بخش پنجم. هزینه زیاد و گزاف بودن دین عوام به عنوان چالشی برای زیست شناسی می تواند در رابطه با فرضیه هایی به کار برود که هنوز مورد تایید و وفاق قرار نگرفتند، ولی حداقل قابل آزمایش هستند. احتمالاً تصورات بیش از حد درباره عوامل خیالی توسط پدافند بیش فعال تشخیص عامل خارجی موجب ایجاد نامزدهایی برای پست سکان کمک رسانی در امر تصمیم گیری یا پیشگویی و یا مثلا همدستی با کاهنان در موضوع حفظ سلامتی گردید. سپس همین تغییر کاربری‌ها به عنوان زائیده‌های ذهن انسان و تحت تأثیر الزام یا فشار انتخابی در مهارت بازتولید در معرض بازنگری‌ها و اصلاحات گسترده الگویی قرار گرفتند. بخش ششم. با رشد فرهنگ انسانی و تعمیق بیشتر انسان‌ها، دین عوام به دین سازمان یافته تغییر شکل داد. به منطق سیال آزاد الگوهای نخستین مکمل‌های اضافه شد و در طی فرایند اهلی سازی دین گاهی اوقات نیز این منطق‌های نخستین با تفکرات تصنعی دقیق جایگزین گردیدند. بخش ششم. تکامل کارگزاری. 1. موسیقی دین. اگر آن آونگ را نمی داشت خالی از لطف بود. دوک الینگتون. ادعای اصلی این بخش از کتاب این است که دین عوام به همان شکلی به دین سازمان یافته تبدیل شد که موسیقی عوام به چیزی که میتوانیم نامش را موسیقی سازمان یافته بگذاریم. منظور از موسیقی سازمان یافته همان موسیقیدانها و آهنگسازان حرفه‌ای، نشانه‌های نوشتاری و قواعد، تالارهای کنسرت، منتقدان، کارگزاران و سایرین است. در هر دو طیف تغییرات به وجود آمده در طی سالیان به دلایل زیادی صورت گرفته است، ولی عمدتاً تغییرات مزبور به این خاطر بوده که به همان صورت که انسانها در خصوص آداب و واکنش‌های خودشان متفکرتر شدند، این احتمال وجود داشته که در خصوص اکتشاف در گستره امکانهای مختلف نیز مبتکرتر شده باشند. هم موسیقی و هم دین به تدریج هنرمندانه‌تر و پیچیده‌تر و پرتفصیل‌تر شدند و در نتیجه کم کم به چیزی شبیه تولید محصول بدل گشتند. البته این تغییر لزوماً به معنای مطلق بهتر شدن نبود، ولی در هر صورت انسان به واسطه این تغییرات قادر شد تا به الزامات پیچیده فزاینده جماعتی که به لحاظ زیستی تقریباً شبیه نیاکان خود بودند ولی به لحاظ فرهنگی بزرگتر و دست و پاگیرتر شده بودند واکنش نشان دهد. در الگو و اجرای آداب دینی نوعی هنر و مهارت وجود دارد که اگر رعایت نشود احتمالاً فرد حاضر در مراسمات دینی را دچار آزردگی خاطر می کند. پیشوایی کسل کننده و بیروح که لکنت زبان هم داشته باشد، مناجات یک نواخت، آواز ناهماهنگ گروه سرود و حضاری که فراموش کنند که چه وقت باید از جا برخیزند یا چیزی بگویند یا کاری را انجام دهند، چنین اجرای پر از ایرادی حتی خوشنیت ترین پیروان را هم از خود فراری می دهد. در عوض مراسماتی که هنرمندانه تر برگزار شوند این قابلیت را دارا هستند که حضار را تا مرز خلسه با خودشان همراه کنند. ما می توانیم مهارت موجود در متون و رسومات دینی را که به همان شکلی که مهارت موجود در ادبیات، موسیقی، رقص، معماری و سایر هنرها را مورد موشکافی قرار می دهیم تحلیل کنیم. یک استاد برجسته نظریه موسیقی می تواند یک قطعه موسیقی موزارت یا باخ را تجزیه و به شما نشان دهد که چگونه عملکرد ویژگی‌های موجود در طراحی آن منجر به حصول اثر جادویی می گردد. ولی البته برخی افراد هم خیلی علاقه به کندوکاو در این موارد را ندارند و این دقیقاً به همان دلیل است که نمی‌خواهند تردستی‌های شعبده بازی روی صحنه برملا شود. از منظر آنها توضیح موجب از بین رفتن شگفتی می شود. شاید اینطور باشد، ولی بیایید دو فرد ذیل را با هم مقایسه کنیم. فردی که سواد موسیقی ندارد و با حیرتی ناشی از عدم فهم با یک سمفونی مواجه می شود و فردی مشابه که درک عمیقی از فوتبال ندارد و با وجود تماشای مسابقه فوتبال از قوانین و نکات جالب آن نامطلع است و فقط می بیند که توپی به دفعات این سو و آن سو می رود و عده‌ای هم با اشتیاق به دنبال آن می دوند. این دو فرد ممکن است از صمیم قلب بگویند ایول عجب کاری، ولی در واقع هر دوی آنها از اصل مطلب غافلند.
موتزارت و باخ و منچستر یونایتد شایستگی‌هایی به مراتب بالاتر دارند. لذا الگوها و فنون دین نیز با همان کنجکاوی بی‌طرفانه قابل مطالعه است و نتایج ارزشمندی را به بار می‌آورد. پیاده سازی چنین رویکرد پرسشگرانه‌ای در خصوص دین و به ویژه دین خودتان را در نظر بگیرید. دین مخلوطی منظم و آراسته از بازی‌ها و ترفندهاست که قادر است مردم را برای کل طول عمرشان شیفته و مدهوش خود نگه دارد و آنها را از خودخواهی‌ها و طرق دنیویشان بدرآورد. همانطور که موسیقی نیز چنین کاری را انجام می‌دهد، ولی در خصوص دین این اثر شاید حتی بیشتر هم باشد. درک عملکرد دین به همان اندازه که میتواند پیش درآمدی بر قدردانی بیشتر و یا بهبود آن باشد، این امکان را خواهد داشت تا آن را فرو بریزد. تحلیلی که بنده تمایل به الزام به آن را دارم، ادامه همان روند متفکرانه است که دین را به موقعیت فعلی خود رسانده است. هر پیشوای دینی در هر گونه ایمانی شبیه به نوازنده موسیقی جاز است که با نواختن چارچوب‌های مورد علاقه‌اش به شکلی که بایستی نواخته شوند، سنن موسیقی خود را زنده نگه می‌دارد. پیشوای دینی مشابه با نوازنده موسیقی در طی این روند مداوما سنجش و تصمیم گیری می‌کند، ضرباهنگش را کند یا تند می‌کند، عبارتی را به متن دعا اضافه یا کسر می کند و در نهایت تکرار و نوآوری را به حدی از تناسب با هم در می‌آمیزد که بتواند عقل و دل حضار را برباید. بهترین اجراهای دینی مثل موسیقی خوب نیستند. در واقع خودشان نوعی موسیقی هستند. به طور نمونه به خطبه ضبط شده کشیش C.L. فرانکلین، پدر آریتا فرانکلین، که قبل از اینکه آریتا فرانکلین بخواهد خواننده مشهوری بشود، او در میان واعظان مسیحی شهرت داشت و یا واعظ سفیدپوست کلیسای بپتیست، برادر جان شرفی گوش دهید. پینوشت اول: چنین نوازندگان و آهنگ سازانی فقط از دسته آوازخوانان نیستند. ابزار موسیقی آنها پیروانشان هستند و آنها این ابزار موسیقی را مهربانانه و با دانشی هنرمندانه به همان شکل که یک نوازنده ویولون سازش را مینوازند. علاوه بر تأثیرات کوتاه مدت امروز مثل گفتن یک آمین یا حمد پروردگار و اثرات میان مدت آن مثل مراجعه به کلیسا در یک شنبه بعد و دلاری را به صندوق اعانه انداختن، اثرات بلند مدتی هم وجود خواهد داشت. با انتخاب اینکه کدام یک از بخش‌های وحی‌های منزل الهی قرار است این هفته باز تولید شوند، پیشوای دینی نه تنها در مرحله بندی و روند پرستش دخالت دارد، بلکه ذهن پرستشگران را نیز شکل می‌دهد. شما فقط کسر جزئی از متون سنت ایمانی خود را همواره در حافظه شخصیتان همراه خود دارید، مگر اینکه یک اندیشمند برجسته و نادر باشید. مطالبی را به خاطر دارید که از بچگی بارها و بارها میشنوید و گاهی اوقات نیز آنها را با سایر همکیشان خود به زبان میآورید. حال چه به صورت خودآگاه این مطالب را به حافظه سپرده باشید یا که ناخودآگاه. به همان صورت که ذهن لاتین روم باستان جای خود را به ذهن فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی داد، اذهان مسیحی امروز نیز با اذهان مسیحی نخستین تفاوت دارند. ادیان عمده امروزی به همان اندازه با نسخ نیاکانی خود متفاوتند که موسیقی امروز از موسیقی باستانی یونان و روم. تغییراتی که در این مسیر اتفاق افتاده با رخدادهای تصادفی فاصله شگرفی دارند. در واقع این تغییرات در مسیر کنجکاوی بیوقفه و نیازهای دائما در حال تحول گونه انسان متمدن بودند. ظرفیت انسان برای تفکر موجب ایجاد قابلیتی در ما می شود تا الگوهای رفتاری خودمان را تشخیص دهیم و ارزیابی کنیم. چرا دلم آن را می خواهد؟ آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید، ولی چرا؟ این کار موجب تسهیل قابلیت ما در نشان دادن تصویری از فرصتها و چشماندازهای آینده خواهد بود و در این حال باعث می شود تا ثبات هر گونه آداب غلط اجتماعی که تاب چنین دقت نظر و تحلیل شکاکانه ای را ندارد مورد تهدید قرار بگیرد. به محض اینکه مردم راه و روش جدیدی را در پیش بگیرند و آن را به کار ببندند، نظامی که تا آن زمان برای نسل‌های متمادی کار می‌کرده، یک شبه از داخل منفجر می‌شود.
سنن این خصیصه را دارند که بسیار سریعتر از دیوارهای سنگی و سقفهای مرمرین دچار خردگی شوند و لذا حفظ و حفاظت از آیین و آداب یک تشکل میتواند به مشغله تمام وقت افراد حرفه‌ای بدل گردد. ولی البته همه تشکل‌ها نیاز به حفظ و حفاظت ندارند و اگر هم داشته باشند از آن برخوردار نمی‌گردند. 2. دین عوام به عنوان یک راهکار عملی. در میان قوم نوئر قربانی کردن گاو نر به طور اخص خوش‌یمن است، ولی چون گاوهای نر به خصوص ارزشمند هستند در اکثر مواقع یک خیار هم کفایت می‌کند. A. تاماس لاسن و رابرت ان مکالی. به یادآوری رسومات. در گذر زمان و به جهت استهلاک هیچ چیز طراحی شده‌ای برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد مگر از طریق باز تولید و پافشاری بر حضور. به همان میزان که تشکلات و عادات فرهنگ انسانی تحت تأثیر این اصل هستند، همان قانون دوم ترمودینامیک، ارگانیسم‌ها، اندام و غرایز زیست شناسی نیز متأثر از آن هستند. ولی همه آداب فرهنگی به کارگزار نیاز ندارند. به طور مثال زبان به خدمات پاسبانان نحوه استفاده و متخصصان دستور زبان نیاز ندارد. البته در زبانهای اروپایی برای مدتهای طولانی تعداد زیادی از همین محافظان خویش‌فرمای یکپارچگی زبان وجود داشتند. یکی از ادعاهای اصلی بخش قبلی این بود که در این مورد مشخص ادیان عوام شبیه به زبانها هستند. به قدر کفایت خودشان میتوانند از پس خودشان بر بیایند. رسوماتی که پابرجا میمانند آنهایی هستند که از ویژگی‌های خود جاودانگی برخوردارند. حالا چه کسی برای حفظ آنها تلاش بکند یا نکند. انگاره‌ها این توانایی را دارند که صاحب ترفندها یا سازگاری‌های جدید شوند و این موضوع به آنها کمک می‌کند تا صرف نظر از اینکه کسی قدردان آنها باشد یا نباشد دوام تبار خود را تضمین ببخشند. بنابراین این پرسش که آیا ادیان عوام تا به حال نفع معینی برای مردم داشتند یا خیر، یعنی آیا انگاره‌هایی که دین را تشکیل می‌دهند انگاره‌های همیار هستند و نه هم پرورد یا انگل، میتواند فعلا بی پاسخ بماند. شاید منفعتهای دین عوام بدیهی به نظر برسد، به همان اندازه بدیهی که منفعتهای زبان بدیهی به نظر میرسند، ولی بایستی به خودمان یادآوری کنیم که منفعت در جهت سازگاری ژنتیکی انسان به معادل منفعت در جهت خوشنودی یا رفاه انسان نیست. آنچه موجب خوشنودی ما می شود ممکن است موجب زایاتر شدن و یا پربارتر شدن ما که برای ژن‌ها مهم است نگردد. حتی زبان نیز باید به اندازه‌ای که در توان ماست با دید بی‌طرفانه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. شاید زبان عادت بدی باشد که تصادفی شروع به گسترش نموده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ به این صورت وقتی که زبان در میان نیاکان ما مد شد، آنهایی که خیلی زود نتوانستند خود را با آن تطبیق بدهند به میزان قابل توجهی از بازی جفتیابی به دور ماندند. یا صحبت کن یا بدون فرزند بمان. این میتواند نظریه انتخاب جنسی زبان قلمداد شود. برای گونه انسان خردمند چرب زبانی مثل دم برای طاووس است. بر طبق این نظریه شاید این موضوع صحیح باشد که اگر هیچ وقت هیچ کدام ما دارای زبان نمی شدیم، عملکردمان در حوزه فرزند آوری بهتر می بود. ولی وقتی همان زبان ناقص پرهزینه در میان قشر مؤنث مورد استفاده قرار گرفت، تعداد مردان فاقد زبانی که بدون اینکه بچه دار شوند می‌مردند رو به افزایش گذاشت. بنابراین این دسته از مردان با وجود سختی بسیار جهت این بروزنسانی تاب مقاومت در برابر عدم سرمایه‌گذاری بابت آن را نیاوردند. برخلاف دمی از جنس پر که رشد آن به واسطه چیزهاست که از والدین به صورت ژنتیکی به ارث رسیده، زبانها به صورت افقی یا فرهنگی انتشار می‌یابند. بنابراین بایستی زبانها را به دید کنشگرانی در صحنه ببینیم که آتیه خودشان را برای باز تولید دارند. بر حسب این نظریه دلیلی که موجب می شود ما عاشق صحبت کردن باشیم شبیه دلیلی است که موش‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندی عاشق سر به سر گذاشتن با گربه‌ها هستند. زبانها مغزهای بیچاره ما را برده خود نموده و ما را به همدستانی مشتاق برای ترویج و گسترش خود بدل کردند. این فرضیه‌ای دور از ذهن است چون مشارکت‌های زبان در امر سازگاری ژنتیکی بسیار بدیهی هستند.
در حال حاضر بیش از 6 میلیارد از ما بر روی کره زمین وجود دارد که در حال انحصاری نمودن منابع خود هستند، در حالی که نزدیکترین قوم و خویش ما یعنی بونوبوها، شامپانزه‌ها، اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها همگی تحت خطر انقراض به سر میبرند. اگر که این فرضیه‌ها را کنار بگذاریم که بیمویی یا توانایی دویدن در ما رمز موفقیتمان است، میتوانیم به قدر کفایت مطمئن باشیم که انگاره‌های زبان همیارهای تسهیل کننده سازگاری بودند و نه انگل. به هر حال طرح این فرضیه به ما یادآور می شود که تکامل مستقیما موجب رواج خوشنودی یا رفاه نمی گردد. آنچه که برای تکامل مهم است فقط فرزندانی از ماست که بتوانند بقا پیدا کنند تا فرزندان خود را به وجود بیاورند و الی آخر. دین عوام نیز ممکن است نقش حائز اهمیتی در گسترش یافتن حضور انسان خردمند داشته باشد، ولی هنوز این مورد را نمی‌دانیم. این واقعیت که تا آنجا که می‌دانیم جمعیت‌های انسانی هر کدام به نحوی از آنها انواعی از دین عوام را داشتند، دال بر گسترش یافتن حضور انسان خردمند از طریق آنها نیست. تا آنجا که می‌دانیم تمام جمعیت‌های انسانی نیز دارای بیماری سرماخوردگی مشترک بودند، ولی ویروس سرماخوردگی همیار به حساب نمی‌آید. چقدر طول کشیده تا دین عوام که توسط نیاکان ما به نسل‌های بعد از خود انتقال پیدا می‌کرده به واسطه تفکر عمیق دچار تغییر ماهوی گردد. شاید بتوانیم با نگاه انداختن به سایر گونه‌ها به دیدگاهی در این خصوص دست پیدا کنیم. بدیهی است که پرندگان ضرورتی به درک اصول علم هواپویی یا آیرودینامیک به عنوان عامل شکل دهنده به بالهایشان ندارند. ممکن است مورد ذیل به اندازه نکته فوق ذکر بدیهی نباشد، ولی همچنان امکانش وجود دارد که پرندگان با وجود مشارکتشان در رسومات پیچیده جفت یابی که در جولانگاهشان رخ می‌دهد، درک و فهمی از آنچه که در حال انجام است نداشته باشند. این جولانگاه‌ها مکان‌هایی هستند که عبارت کلوب‌های شبانه طبیعت نیز به آنها اطلاق می‌گردد. در این جولانگاه‌ها جمعیت ماده یک گونه خاص کنار هم جمع می‌شوند که رقابت نرها در نمایش خرامیدن آنها به نظاره بنشینند. منطق حاکم بر جولانگاه‌ها به عنوان مکان‌های جفتیابی که پستانداران، ماهیان و حتی حشرات هم نظیر آن را دارند واضح است. جولانگاه‌ها با توجه به اینکه راه مؤثری برای جفتیابی در شرایط مشخص هستند، وجود خودشان را به لحاظ هزینه زیستی توجیه می‌کنند. ولی جانورانی که در جریان این جولانگاه‌ها شرکت دارند، ضرورتی به درک آنچه که انجام می‌دهند ندارند. نرها خودشان را نمایش می‌دهند و ماده‌ها نظاره‌گر آنها هستند و اجازه می‌دهند تا ندای دلشان راهنمای انتخابشان شود. گرچه بایستی توجه داشت که این انتخاب ناآگاهانه است و تحت تأثیر انتخاب طبیعی در طول نسل‌های متمادی رخ می‌دهد. پینوشت 2. آیا گرایش ذاتی ما به شرکت در رسومات دینی هم می‌تواند توضیح مشابهی داشته باشد؟ این واقعیت که رسومات نه از طریق ژن‌ها بلکه از طریق فرهنگ انتقال می‌یابند موجب منتفی شدن این فرض نمی‌گردد. می‌دانیم که زبان‌های به خصوصی از طریق فرهنگ‌ها و نه به واسطه ژن‌ها منتقل می‌شوند، ولی در عین حال بایستی توجه داشت که تکاملات ژنتیکی که در گذر زمان صورت گرفتند مغز ما را برای پذیرش و استفاده ماهرانه‌تر از زبان بهبود بخشیدند. رجوع شود به پینوشت 3. مغز ما در طی تکاملی که داشته به پردازشگر مؤثرتری تبدیل شده است و شاید در این مسیر تکاملی توانسته عادات منتقل شده از طریق فرهنگ متعلق به ادیان عوام را به صورت ماهرانه‌تری اجرا نماید. تا همین جای کار و بر اساس آنچه که در بخش 3 مشاهده کردیم می توانیم ذکر کنیم که چگونه قابلیت القاپذیری می تواند به خودی خود زمینه مستعد شکلگیری مرکز چیچی در مغز انسان باشد. حساسیت مغز به رسومات و موسیقی می تواند بخشی از همین مجموعه زمینه‌های مستعد باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم جانوران درباره آنچه که به صورت غریزی انجام می‌دهند آگاهی داشته باشند و انسان‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. دلایل پنهان غرایز ما به ندرت برای ما روشن هستند. تنها تفاوت ما با سایر گونه‌ها در این است که ما تنها گونه‌ای هستیم که به این جهل توجه می‌کنیم.
برخلاف سایر گونه‌ها ما دارای حسی جمعی برای ادراک هستیم و بنابراین حتی با وجود اینکه کسی اجباری به فهمیدن ادیان عوام نداشته و یا هیچ گونه قصد و غرضی نسبت به طراحی ابتکاراتی که منجر به ایجاد دین عوام شده وجود نداشته است، بایستی در نظر داشته باشیم که انسان با توجه به اینکه ذاتاً کنجکاو و متفکر است و ضمناً برای بیان و بازگویی شگفتی‌های خود از ابزار زبان برخوردار است، احتمالاً برخلاف پرنده‌ها از خودش درباره چرایی این رسومات سؤال می‌پرسد. البته این موضوع در همه افراد صدق نمی‌کند، چون انگیزه کنجکاوی مشخصاً در برخی آنقدرها هم قوی نیست. اگر بخواهیم بر اساس متغیرهای قابل مشاهده امروزی قضاوت کنیم، می‌توانیم شرط ببندیم که تعداد قلیلی از نیاکان ما زمان و تمایل پرسشگری درباره فعالیت‌هایی را داشتند که خود، خانواده و همسایگانشان در آن دخیل بودند. اگر بخواهیم با عصر کشاورزی مقایسه‌ای داشته باشیم، نیاکان شکارچی و گردآورنده ما در عصر پارینه سنگی ممکن است زندگی راحتی را گذران می‌کردند و از منابع غذایی و وقت آزاد زیادی برخوردار بوده باشند. چون به مجرد اینکه کشاورزی در بیش از 10,000 سال پیش ابداع شد و جمعیت رو به افزایش گذاشت، بایستی برای گذران زندگی زحمت زیادی کشیده می‌شد. رجوع شود به ساهلینز 1972. همانطور که هابز به این موضوع اشاره نموده است، از ابتدا و از زمان آغاز عصر پارینه سنگی تا همین چند وقت پیش، از دید زمانی زیست شناسی، یعنی 200 نسل اخیر، زندگی برای نیاکان ما خشن، بیرحم و کوتاه بوده و به ندرت درنگی در آن برای انجام تفکرات نظری رخ داده است. بنابراین اگر بگوییم عملگرایی موجب محدود شدن افق دید آنها شد، شاید جمله‌ای به ناحق بر زبان نیاورده باشیم. از میان به اصطلاح افاضات خرد عامه که در سرتاسر دنیا یافت می شود، یکی این است که دانش محدود می تواند چیز خطرناکی باشد. پیامد این استنباط که کمتر به آن پرداخته می شود این است که جایگزین کردن یک تخیل یا اسطوره نیرومند به جای دانش ناقص کار مطمئن تری به نظر می رسد. روی راپاپورت در کتاب آخر خود به این مطلب به شرح ذیل پرداخته است. شروع نقل قول: در جهانی که فرایندهای حاکم بر عناصر فیزیکی آن تا حدودی ناشناخته و در سطح وسیع‌تری غیر قابل پیشبینی هستند، دانش عینی گرایانه در خصوص آن فرایندها موجب جایگزینی عزت با کمال نسبتاً رازآلود ذاتی آن فرایندها نمی‌گردد. پس شاید سازگارتر و مناسبتر باشد که این موارد فراتبیعی در همان پس پرده باقی و نهان بمانند، تا اینکه بخواهیم به واسطه درک ناقص طبیعتگرا و در عین حال دقیق عینیت محور در رابطه با آنها دچار سوء تفاهم شویم. 1992 صفحه 452. پایان نقل قول: الزامات عملی در خصوص روش سرهم کردن تکه‌های متحرک و گیج کننده حیات در کنار هم با الزامات عملی علم یکسان نیستند و همانطور که دانبر 2004 صفحه 171 این موضوع را مورد مشاهده قرار داده، قاعده نتایج مضمحل بدین معناست که همیشه مرزی وجود خواهد داشت که بعد از آن صرف زمان و انرژی برای تحقیق و تفحص بیشتر درباره واقعیات پنهان ارزشش را نخواهد داشت. در جوامع سنتی هر چیزی که موجب حصول این قاعده مانع تحقیق و تفحص زیاد شود مناسب خواهد بود. بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم که نیاکان ما صرف نظر از اینکه خلق و خوی آنها چقدر پرسشگر بوده، تقریبا همان کاری را انجام می دادند که ما امروز انجام می دهیم. روی آنچه بقیه می دانند تکیه کن. بیشتر آنچه که فکر می کنید می دانید بر حسب ایمان می پذیرید. منظورم ایمان دینی نیست، بلکه چیزی بسیار ساده تر. سیاستی ساده، عملی و قابل اصلاح که در طی آن به اولین چیزی که به ذهنتان میرسد اطمینان میکنید بدون اینکه بخواهید ذهن خود را مشغول کنید که اصلاً چرا چنین چیزی رخ میدهد. امکانش چقدر است که همه افراد درباره چیزهایی مثل بی خطر بودن خمیازه و یا ضرورت شستن دستها بعد از رفتن به دستشویی در اشتباه باشند. آیا آن آفتاب گرفتن‌های سالم و سلامتی که با جان و دل به دنبالشان بودیم را به خاطر می‌آورید؟ تا زمانی که کسی پژوهشی را که ما را متعجب می‌سازد به صورت مکتوب به چاپ نرسانده باشد،
ما همچنان بر این تصور خواهیم بود که دانش دهان به دهانی که از بزرگان خود و دیگران دریافت می‌کنیم صحیح است و البته خودمان هم آنقدر عاقل هستیم که چنین کاری را انجام بدهیم. برای راهنمایی در جهت مسیر زندگی ما به حجم زیادی از دانش مشترک نیاز داریم و در ضمن اینکه آنقدر وقت کافی نداریم که همه این دانش را بخواهیم مرتب سازی کنیم و هر جزء آن را به جهت صحت مطلب مورد آزمایش قرار دهیم. رجوع شود به پینوشت 4 و به واقع از همین روست که در یک اجتماع قبیله‌ای که در آن همه می‌دانند که برای داشتن نوزاد سالم بایستی بزی را قربانی کنید، شما هم حتما همین کار را انجام می‌دهید. بالاخره هرچی که باشد بهتر است احساس اطمینان کنید تا احساس تأسف. این ویژگی نشان از یک تفاوت عمیق مابین دین عوام و دین سازمان یافته دارد. آنهایی که رسومات دین عوام را به اجرا در می‌آورند خودشان هم بر این تصور نیستند که در حال اجرای رسومات دین عوام هستند. رسومات دینی آنها جزئی یک پارچه از زندگی عملی آنها در کنار شکار، گردآوری، زراعت و یا برداشت محصول است و یک راه برای اینکه بگوییم آنها واقعاً به خدایگانی که برایشان قربانی می‌کنند باور دارند این است که این افراد برای ابد درباره اینکه چقدر به آن خدایگان باور دارند صحبت نمی‌کنند. آنها به همان نسبت درباره خدایگانشان صحبت نمی‌کنند که ما این طرف و آن طرف مداوماً به افراد تأکید نمی‌کنیم که به میکروب‌ها و اتم‌ها باور داریم. به عبارت دیگر وقتی حاله‌ای از شک و تردید وجود نداشته باشد دلیلی ندارد راجع به ایمان صحبت کنیم. آنچه که اکثر ما در خصوص اتم‌ها و میکروب‌ها می‌دانیم برگرفته از دانش شنیداری ماست و لذا اگر یک مردم شناس مریخی از ما میپرسد که چطور می‌دانیم چنین چیزهایی وجود دارند، چون نمی‌توانید آنها را ببینید، نه صدایشان را بشنوید، نه آنها را بچشید و نه احساسشان کنید، به خاطر عدم توانایی در پاسخگویی دچار خجالت می‌شویم. اگر هم که تحت فشار قرار بگیریم اکثر ما یک سری دانشی به شدت غیر مستند و شنیداری را درباره این چیزهای نامرئی ولی مهم سرهم بندی می‌کنیم. ما که متخصص نیستیم، با همان که همه می‌دانند پیش خواهیم رفت و این دقیقاً همان کاری است که مردمان قبیله‌ای انجام می‌دهند. ولی مسئله اینجاست که خود متخصصان هم دچار اشتباه شدند. پینوشت 5 بسیاری از مردم شناسان مشاهده نمودند که وقتی از مخبران درباره جزئیات خداشناسی سوال می‌پرسند، چیزهایی مثل مکان خدایان آنها، تاریخچه آنها و راه و روششان در این دنیا، مخبران این پرسشگری‌ها را گیج کننده قلمداد می‌کنند. چرا باید چنین چیزی را بخواهند بدانند یا اصلاً برایشان مهم باشد؟ با در نظر گرفتن این واکنش فراگیر نبایستی از این فرض جنجالی غافل شویم که ممکن است بسیاری از آموزه‌های عجیب و احتمالاً نامنسجم که در طول سالیان توسط مردم شناسان کشف گردیدند در واقع زایده و معلول پرسشگری باشند تا آدابی اصیل و از پیش موجود. این امکان وجود دارد که پرسش‌های مداوم توسط مردم شناسان وقتی که با مخبر خود در خصوص گذشته صحبت می‌کنند تا به یک روایت واحد برسند موجب شکلگیری نوعی خیال بافی مشترک معصومانه و جذب اندیشی‌های بکر و جدیدی در میان آنها بشود. مخبرها عمیقاً به خدای خود باور دارند. همه می‌دانند که خدایان وجود دارند، ولی شاید هرگز قبل از این راجع به این جزئیات فکر نکرده بودند. شاید اصلاً هیچ کسی در فرهنگ آنها چنین کاری را انجام نداده باشد و ممکن است این خود توضیحی بر یقین مبهم و نامعین آنها باشد. این مخبران چون در وضعیتی قرار می‌گیرند که به اجبار بایستی طول و تفصیل بدهند، لذا طول و تفصیل را با سرنخ گرفتن از پرسش‌های مطرح شده انجام می‌دهند. رجوع شود به پینوشت 6. در بخش‌های بعدی و بعد از اینکه به قدر کفایت به مثال‌های آزمایشی پرداختیم، به برخی مفهومات ضمنی خیره کننده در خصوص مسائل رویه‌ای فوق ذکر رسیدگی خواهیم نمود. در حال حاضر مطرح شدن این بحث به شما کمک می‌کند تا خودتان را به جای مخبر مردم شناسان قرار دهید. اکنون که دنیای نوین با پیچیدگی‌های خاص خودش به مردمان قبیله‌ای توجه ویژه‌ای را معطوف داشته، آنها به ناچار بایستی تغییرات شگرفی در دیدگاه‌های خودشان نسبت به طبیعت ایجاد کنند و لذا اصلاً جای تعجب نیست که چنین تصویری از آینده در آنها باعث دلهره می‌گردد. من این جرأت را دارم که بگویم اگر امروز مریخی‌ها با فناوری خارق‌العاده‌ای که به زعم ما غیر ممکن است سر برسند
و به ما بگویند که میکروب‌ها و اتم‌های خودمان را رها کنیم و به برنامه‌های آنها بچسبیم، فقط و فقط قشر دانشمندان تیز و فرز از بین کل ما خواهند بود که با خوشنودی و به سرعت چنین تغییری به سوی آنها را پذیرا باشند. باقی ما تا آنجا که میتوانستیم به میکروب‌ها و اتم‌های عزیز خودمان میچسبیدیم. یعنی در واقع بر حسب آنچه که همواره به ما گفته شده، ما هم به طور مثال به بچه‌هایمان میگفتیم که مولکول آب چگونه از اتم‌های هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است و یا برای اطمینان خاطر به آنها در خصوص وجود میکروب‌ها هشدار میدادیم. چیزی که در سطح وسیع در زندگی هر شخصی نمود پیدا می‌کند، مواجهه با مسئله حال باید چه کنیم است. و وقتی که انسان با علامت سوال‌های گیج کننده اینچنینی در زندگی خود برخورد می‌کند، ناخوشی‌های معدودی هستند که از این سرگشتگی نگران کننده تر به نظر می‌رسند. در چنین مواقعی ما همگی به آنچه که برایمان آشناست پناه می‌بریم. آنچه که قبل از ما امتحان شده و درست است و شاید اصلاً هم درست نباشد، ولی حداقلش این است که امتحان شده، بنابراین چیزی را در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌دانیم چگونه انجامش بدهیم و معمولاً هم خوب جواب می‌دهد و به همان خوبی که در گذشته کار کرده برای ما هم کار می‌کند. 3. تفکر خزنده و تولد نهانکاری در دین. می توانید همه مردم را گاهی اوقات فریب دهید یا می توانید برخی از مردم را همیشه فریب دهید، ولی نمی توانید همه مردم را همیشه فریب دهید. ابراهام لینکلن. در خصوص تمام کسانی که کلام او برایشان نازل شده، همگیشان مانند موسی در جای دور افتاده‌ای همواره تنها بودند. محمد که در حال دریافت کلام وحی بود، کسی در کنارش نبود. مورمون جوزف اسمیت و دانشمند مسیحی مری بیکر ادی در زمان ارتباط با خدا تماشاچیان منحصر به فردی داشتند. پس باید به آنها به عنوان گزارشگر اطمینان کنیم و البته شما می‌دانید گزارشگران چگونه‌اند. برای یک داستان حاضرند هر کاری بکنند. اندی رونی، ارادتمند اندی رونی. علم فیزیک، زیست شناسی و روانشناسی عوام همگی مانند دین عوام به عنوان یک قاعده خوب عمل می کنند، ولی گاهی اوقات شبهات و تردیدهایی نیز در آنها ظاهر می شود. تفکرات اکتشافی انسانها از این ویژگی برخوردار است که به موجهای عظیمی از تردید بدل شود و اگر این موجهای عظیم تعادل فکری ما را برهم بزنند، آن وقت تمایل شدید ما به سمتی خواهد رفت که بر هر پاسخ توجیه کننده‌ای که در تایید اجماع مورد نظرمان باشد تکیه کنیم و یا اینکه کلاً چالش مربوطه را فرو بنشانیم. وقتی کنجکاوی بر روی یک رخداد غیر مترقبه دست بگذارد، چیزی باید جوابگوی آن باشد. عبارت آنچه که همه می‌دانند یک نمونه نقض نیز دارد، یعنی یا شاید شک و شبهه به یک کشف جدید منتج شود که این خود باعث رها نمودن و یا انقراض یک دانش غیر مستند و مشکوک می‌گردد و یا در حالت دیگر این دانش مشکوک به یک امر منحصر به فرد و فاقد عمومیت بدل می‌گردد و یا اینکه اصلاً این مورد خاص به موارد مشابه دیگری می‌پیوندد که خود را از سیطره تحلیلی شکاکیت مصون نگه داشتند. رجوع شود به پینوشت 7. انجام این غربال موجب پنهان ماندن برخی از زیر مجموعه های فرهنگی در پس پوشش نظاممند آسیب ناپذیری نسبت به ابطال و تکذیب می شود. این الگویی است که در تمام جوامع انسانی یافت می شود. همانطور که بسیاری به طور مثال به راپاپورت 1979، پالمر و استادمان 2004 بر این موضوع تاکید داشتند، تقسیم بندی گزاره‌ها به شکلی که برخی از آنها طوری طراحی شدند که نسبت به تکذیب مصون باشند و باقی گزاره‌ها که به مثابه یک تنه فرضی هستند که می توانیم طبیعت را روی آن کنده‌کاری کنیم. مثلا اینطور بیان می شود که فلان نقطه جایی است که دو حوزه پیش علم و پیش دین به هم می پیوندند. البته مطلب مذکور به این معنا نیست که این دو حوزه در اکثر فرهنگ‌ها با هم به طور کل ترکیب نشدند. به طور معمول تاریخ طبیعی دقیق دین یک منطقه جغرافیایی خاص
که از طریق مشاهده موشکافانه عادات و خصائص گونه‌های مختلف آن منطقه صورت می‌پذیرد، با افسانه‌ها و رسومات گونه‌های مذکور در آن منطقه در هم می‌آمیزد. کدام خدایگان به کدام پرندگان اطلاع می‌دهند و یا قبل از شکار چه جانوری بایستی چه جانور دیگری قربانی شود و غیره. همه مثال‌هایی از مطالب مندرج هستند. خطوط افتراقی ممکن در عمل در حالی از ابهام قرار بگیرند، چون مثلا پدری به فرزندش میگوید که یک سار با ایجاد صدا به نزدیکانش هشدار میدهد و این صدا به وسیله گراز وحشی نیز شنیده می شود، در حالی که پدر دیگری به فرزندش میگوید که نمیداند آن گراز چگونه از سار خبر دریافت می کند. شاید یکی از خدایان این پیام را برای گراز میبرد و در ادامه شاید همین پسر به فرزند خود روایتی درباره خدایی بگوید که حافظ سارها و گراز هاست، ولی از بز کوهی حفاظت نمی کند. آنهایی که ادای دانشمندان را در می آورند با این وسوسه آشنا هستند. در هر جایی که نظریه محبوب شما منتج به پیشبینی اشتباهی شود، چرا به فرضیه خود اجازه ندهید که کمی دچار دگردیسی شود تا دیگر تحت آن شرایط قابل آزمایش نباشد؟ انتظار می رود که دانشمندان حواسشان به چنین فرارهایی از تکذیب باشد، ولی به واقع این درسی سخت برای فراگیری است. این که به فرضیه خود پایبند بمانید و اجازه دهید که واقعیات تصمیم گیرنده باشند، یک عمل غیر طبیعی به شمار می آید، ولی بایستی به خودتان بقبولانید که آن را اجرا نمایید. البته دستور کار کاهنان متفاوت است. آنها در لحظه سعی می کنند افراد را درمان کنند یا به آنها مشاوره دهند و وقتی هم که اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد می توانند با فراغ بال در پس رازی پنهان شوند. تصویر فکاهی وجود دارد که نشان می دهد یک پزشک جادوگر با حالتی مغموم بر بالین بیمار از دست رفته ایستاده و به بیوه عزادارش می گوید که خیلی چیزها هست که هنوز ما نمی دانیم. بدیهی شمردن معلول‌های نامرئی و غیر قابل شناسایی برخلاف اتم‌ها و میکروب‌ها که به شکل نظاممند نسبت به تایید یا تکذیب مسئول هستند، به قدری در مبحث دین مرسوم است که حتی گاهی اوقات چنین معلول‌هایی قطعی به حساب می‌آیند. همه دین‌ها دارای چنین ویژگی هستند و آن چیزی که دارای چنین ویژگی نباشد، صرف نظر از اینکه چقدر در خصوص سایر ویژگی‌ها شبیه دین است، به واقع دین به حساب نمی‌آید. به طور نمونه، مراسمات مبسوط تقدیم قربانیان به خدا در همه جا یافت می‌شود، ولی البته در هیچ کدام از این مناطق خدایان نامرئی ظاهر نمی‌شوند که بنشینند و خوک دلانگیز کباب شده را میل کنند و شراب بنوشند. به جای آن شراب یا بر روی زمین ریخته می شود یا بر روی آتش تا خدایان ناپیدا در نهان از آن لذت ببرند و به همین صورت سهیم شدن خدایان در غذا از طریق سوزاندن و تبدیل آن به خاکستر حاصل می گردد، و یا اینکه غذا به کاهنان تقدیم می شود تا آنها به عنوان بخشی از وظایف رسمی خود در قالب نمایندگان خدایان غذا را میل نمایند. در چنین شرایطی شخصیت خانم کلیسای دانای کاروی با حرارت خواهد گفت چقدر هم خوشایند. طبق معمول مجبور نیستیم اینطور تصور کنیم که کاهنان به شکل فردی یا حتی به صورت گروهی از توطئه‌گران نشر دهنده رأساً مسئول ایجاد چنین منطقی بودند، چون این امکان وجود دارد که این مسئله اساساً در اثر بازتولید ناهمسان رسومات ایجاد شده باشد. ولی اگر کاهنان متوجه چنین تطبیق و سازگاری نشده باشند و یا تمایلشان بر این بوده باشد که بخواهند مردم را از چنین دیدگاهی منحرف کنند، پس بایستی که خیلی کند ذهن و خرفت بوده باشند. البته در برخی فرهنگ‌ها نوعی از مزایا و رفاه مساوات گراتر مشاهده می شود. همه افراد از همان غذایی که به طور نامرئی و غیر مادی توسط خدایان تناول می شود میل می کنند. خدایان کیک می‌خورند و ما هم می‌توانیم همان کیک را بخوریم. آیا شفافیت موجود در این همه نظم و ترتیب خوشایند و راحت خطری به همراه ندارد؟ چرا دارد؟ پس تقریباً همیشه به وسیله یک پوشش دوم محافظت می‌گردد. اینها رازهایی فراتر از همه ادراکات است. حتی سعی نکن بخواهی آنها را درک کنی. ولی در برخی مواقع نیز
پوشش سومی به کار می رود. سوال پرسیدن زیاد در مورد این رازها ممنوع است. خود کاهنان چطور؟ آیا پرسشگری خود آنها در اثر این منکرها کاسته شده است؟ مسلماً نه همیشه. مانند هر کارگر با وجدانی می توان انتظار داشت که کاهنان نیز به ضعف‌های اجرایی کار خود پی ببرند یا حداقل به آنها شک کنند و در نتیجه تصمیم بگیرند روش‌های بدیلی را به جای آنها امتحان نمایند. انگار دارم مشتریانم را از دست میدم. کاهن دیگر صاحب مشتریان من شده. مگر او چه کاری انجام می‌دهد که من انجام نمی‌دهم؟ برای انجام مراسمات شفابخشی راه بهتری هم وجود دارد. یک ایده مشهور در میان عوام در رابطه با القاگری این است که به نوعی القاگر سامانه نگهبانی فرد القا شونده را از کار می‌اندازد. منظور از سامانه نگهبانی همان سازوکارهای دفاعی شکاکانه هستند که تمام داده‌های ورودی را به جهت راستی آزمایی مورد بررسی قرار می‌دهند. شاید القاگر نگهبانان را می‌خواباند. ایده بهتر این است که القاگر سامانه نگهبانی را از کار نمی‌اندازد، بلکه با نگهبانان همدست می‌شود و آنها را به متحدان خودش تبدیل می‌نماید و در عمل نگهبانان فرد القاگر را مورد تایید خود قرار می‌دهند. یکی از راه‌ها برای انجام این کار ریختن مقداری اطلاعات در مقابل آنهاست. شما حس خواب‌آلودگی می‌کنید. پلک‌های شما سنگینی می‌کند که آنها بتوانند صحت آن اطلاعات را بررسی و سپس سریعاً مورد تایید قرار بدهند. اگر برای فرد القا شونده مبهم باشد که القاگر چگونه از این اطلاعات باخبر است، در نتیجه این ابهام نوعی توهم ملایم از تسلط و اختیار غیرمنتظره را ایجاد می‌کند. چگونه این چیزها را می‌دانست و سپس القاگر که از حمایت نگهبانان برخوردار است می‌تواند وارد شهر شود. این ذره کوچک نشأت گرفته از خرد عامه سری در اثر تجربه مورد حمایت نیز قرار می‌گیرد. موفقیتی که فرد القاگر بر القا شونده دارد به میزان بسیار قابل توجهی به این مطلب بستگی دارد که آیا به صورت پیشاپیش به فرد القا شونده گفته شده که القاگر یک تازه‌کار است یا یک فرد خبره یا خیر. رجوع شود به اسمال و کرامر 1969، کو و سایرین 1970، بالاسچاک و سایرین 1972 و البته که این تاکتیک به وسیله کاهنان کشف و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. کاهنان در هر جایی با تلاش و احتیاط هر گونه اطلاعات کمی را درباره افرادی که ممکن است بعداً زمانی مشتری آنها شوند جمع می کنند. ولی این تمام کار آنها نیست. راه‌های دیگری نیز برای نشان دادن مهارت غافلگیرانه وجود دارد. همانطور که مک‌کلونن 2002 اشاره نمود، مراسم راه رفتن بر روی زغالسنگ گداخته بدون هیچ گونه آسیبی در تمام دنیا مشاهده شده است. به طور نمونه در هند، چین، ژاپن، سنگاپور، مجمع الجزایر اقیانوس آرام، سریلانکا، یونان و بلغارستان. دو مورد از کارهای دیگر کاهنان که در رابطه با اقشار کثیری مورد استفاده قرار گرفته به شرح ذیل است. یکی همان تردستی است که مثلا طی آن تکه‌ای از اعمی و احشای جانوری را که از قبل نزد خود پنهان کردند به طرز معجزه‌آمیزی در طی عمل جراحی روانی خود از بدن فرد رنجور بیرون می‌کشند. و تردستی دیگر این است که مثلا دست و پایشان بسته است ولی با همین حال موجب می‌شوند تا چادر به شکل خیلی پرسر و صدایی به لرزه در بیاید. در گستره عظیم امکانهای مختلف الگویی و طراحی به نظر این سه مورد سهل الوصول ترین راه‌ها برای ایجاد اثرات خیره کننده فراطبیعی به منظور تحت تأثیر قرار دادن ارباب رجوع هستند و علت این امر هم کشف و بازکشف دوباره و چند باره سه روش مذکور است. قرابت‌ها و معادل‌های یافت شده در فرهنگ‌های مختلف به نظر چیزی بیش از یک تصادف ساده به نظر می‌رسد. ممکن است که کاهنان بدون برخورداری از هر گونه آموزش رسمی و یا بدون داشتن تماس با افرادی که از یک سری راهبردهای خاص بهره میبرند از همان راهبردها برای انجام کارهای سحرآمیز خود استفاده میکنند. با اشاره به این مطلب مک‌کلونن تأکید میکند که توضیح درباره هر گونه پراکندگی در این خصوص به نظر غیر عملی میآید. رجوع شود به صفحه 149 از کتاب ایشان.
یکی از نکته‌های بسیار جالب درباره این اعمال که قطعاً حقه بازی هستند این است که وقتی انجام دهندگان آنها به واسطه پرسشگری مردم شناسان زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند، دامنه‌ای از برخی پاسخ‌ها را ارائه می‌دهند. گاهی اوقات منصفانه می‌پذیرند که آگاهانه از ترفندهای شعبده بازی برای فریب افراد استفاده می‌کنند و البته گاهی اوقات نیز از کار خود با عنوان دغل‌کاری مقدس دفاع می‌کنند به خاطر هدف غایی. پاول تیلیچ استاد الهیات به این موضوع اشاره کرده که می‌توانید در پیوست به این کتاب به آن مراجعه نمایید. و البته جالبتر از آن، گاهی اوقات حاله این مقدس از عدم درک و رازآلودگی به سرعت بر روی فردی که بایستی پاسخگو باشد پهن می شود که او را از هر گونه پرسشگری تند و تیز در امان بدارد. این کاهنان در واقع انسان‌های خلافکاری نیستند، به هر صورت نه همه آنها، ولی با این وجود می‌دانند که نتایجی که عایدشان می‌شود همان رموز تجاری هستند که نبایستی برای غیر افشا شود، چون در آن صورت اثر کار آنها از بین می‌رود. هر پزشک حاذقی می‌داند که چند حقه ساده به جهت نمایش اثرگذاری در قالب رفتار مناسب با هدف جلب اطمینان بیمار می‌تواند نتایج شگرفی را به بار آورد. رجوع شود به پینوشت 8. واقعا این کار دغل‌کاری نیست یا هست؟ هر کشیش و مبلغی، هر امام و هر خاقامی و یا هر مرشدی همین مطالب را می‌داند و البته همین سطح از درجه بندی از دانستن به سوی معصومیت امروزه در اعمال واعظان نوپا نیز قابل مشاهده است. یک مثال روشن از این موضوع فیلم مستند برنده اسکار سال 1972 به نام مارجوست که در آن مارجو گورتنر به عنوان یک مبلغ تبشیری جوان و جذاب ایمان خود را از دست داده ولی دوباره در قالب یک مبلغ به صحنه باز می‌گردد تا ترفندهای این دکان را افشا کند. در این فیلم تکان دهنده و فراموش نشدنی او نشان می‌دهد که چگونه وقتی او دست خود را بر روی دست افراد می‌گذارد آنها بیهوش می‌شوند، چگونه او باعث می‌شود تا از جا برخیزند و عشق خود را برای مسیح بر زبان جاری کنند و چگونه موجب می‌شود تا کیف‌های پول خود را در سبد اعانه خالی کنند. رجوع شود به پینوشت 9. 4. اهلی سازی ادیان. وقتی کشت نژادی از گیاهان به خوبی انجام شده باشد، باغبانان بهترین آنها را نمی‌چینند، بلکه می‌روند سر وقت محل کشت و فقط خودروها را می‌چینند، چون این گیاهان را گیاهانی می‌دانند که از چارچوب منحرف شدند. رجوع شود به چارلز داروین در باب خاستگاه گونه‌ها. حال داریم می‌بینیم که آنچه که از آن به عنوان مسیحیت یاد می‌کنیم و آنچه که به عنوان سنت مسیحی می‌شناسیم در واقع دامنه محدود و گزینش شده از منابعی خاص از میان بسیاری از منابع است. چه کسی و به چه دلیلی این گزینش‌ها را انجام داده؟ چرا دیگر نوشته‌ها از آن جدا گردیدند و به آنها برچسب ارتداد زده شد؟ چه چیزی موجب شد آنها به این اندازه خطرناک باشند؟ الن پگلز، عرفان روحانی انجیل. ادیان عوام از دل زندگی روزانه مردمانی که در دسته‌های کوچک زندگی می‌کنند و وجوه مشترکی در خصوص دنیای پیرامون خود دارند بیرون می‌آید. چگونه و در چه زمانی این ادیان عوام دچار دگردیسی شدند و به ادیان سازمان یافته تبدیل گشتند؟ در میان محققان این اجماع عمومی وجود دارد که عنصر اصلی که موجب شد زمینه و لزوم این دگردیسی شکل بگیرد ظهور کشاورزی و افزایش سکونتگاه‌های انسانی بود. با این وجود آنچه که محققان بر سر آن اختلاف نظر دارند این است که در این جابجایی بزرگ بر روی چه عاملی بیشتر تأکید داشته باشند: خلق انبوه مواد خوراکی غیرقابل حمل و نقل و در پس آن گرایش به اسکان ثابت در یک نقطه موجب ظهور نیروی کار بی سابقه گردید. رجوع شود به سیبرایت 2004 توضیحات روشنی در این خصوص ارائه نموده است و این موضوع به نوبه خود موجب پیدایش بازارها و شکلگیری فرصت‌هایی برای ظهور شغل‌های تخصصی جدیدتر گردید. این راه‌های جدید تعاملی برای انسان‌ها باعث شد تا فرصت‌ها و نیازهای جدید خلق گردند. وقتی متوجه می‌شوید که بایستی بر حسب یک برنامه روزانه با افرادی که خویشاوند نزدیک شما نیستند تعامل داشته باشید، تصویرسازی از این ایده که چند فرد هم نظر ائتلافی را تشکیل بدهند و این ائتلاف با قالب یک خانواده بزرگ متفاوت باشد، همواره به عنوان گزینه‌ای جذاب به ذهن خطور می‌کند.
و البته بویر 2001 تنها فردی نیست که ادعا می‌کند که دگردیسی ادیان عوام به ادیان سازمان یافته اساساً یکی از همین پدیده‌های بازار است. شروع نقل قول. در طول تاریخ اصناف و اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های متشکل از افراد ماهر و متخصص در تلاش بودند تا قیمت و چارچوب‌های واحد و مشترکی را پابرجا کنند و ضمناً اجازه ندهند که افراد غیر عضو بتوانند خدمات مشابه را ارائه بدهند. از طریق ایجاد یک شبکه شبه انحصاری، اطمینان حاصل می‌کنند که تمام منافع به سمت آنها سرازیر شود. از طریق حفظ ثبات قیمت‌ها و چارچوب‌های واحد، امکان زیر فروشی را برای یک عضو ماهر و کارآمد دشوار می‌کنند. بنابراین اکثر افراد مبلغ جزئی را می‌پردازند که عضوی از گروهی شوند که حداقل سهم بازار را برای اعضایش تضمین می‌کند. رجوع شود به صفحه 275. پایان نقل قول. اولین گام در این مسیر مهمترین گام است، ولی گام‌های بعدی از صنف مبلغان و کاهنان گرفته تا آنچه که در عمل انواع شرکت و نمایندگی‌ها و برندهاست، در واقع تقریباً پیامدهای اجتناب ناپذیر خودآگاهی رو به رشد و شم بازار افرادی بوده که در ابتدا اتحادیه‌ها را تشکیل دادند. چه کسی ذی‌نفع است؟ وقتی افراد از خود می‌پرسند که بهترین راه برای حفظ و گسترش سازمان ایجاد شده توسط خودشان چیست، به ناگهان نگاه پرسش را رو به سمت دیگری معطوف می‌کنند و الزام‌های منتخب جدیدی را خلق می‌نمایند. این مطلب مورد تکریم داروین بود و او از آن برای جابجایی از آنچه که وی انتخاب ناخودآگاه به انتخاب رویه‌ای می‌نامید استفاده کرد. این استفاده برای او نوعی پل آموزشی بود تا از طریق آن ایده شگرف خود در خصوص انتخاب طبیعی را در بخش آغازین کتاب شاهکارش توضیح داد. در ضمن بایستی پیشنهاد دهم که کتاب فوق‌العاده در باب خاستگاه گونه‌ها را مطالعه نمایید. همانطور که خدا ناباوران اغلب انجیل را به عنوان ادبیات می‌خوانند و بدون اینکه بخواهند گرایشی به دین مسیحیت داشته باشند، تحت تأثیر هنر کلامی و دیدگاه‌های مندرج در آن قرار می‌گیرند، خلقتگرایان و سایرینی که نمی‌خواهند به تکامل باور داشته باشند، می‌توانند از خواندن این کتاب که همان سند بنیانگذار نظریه تکاملی مدرن است، لذت ببرند. حال چه این کتاب دیدگاه آنها درباره تکامل را تغییر بدهد یا که ندهد. شروع نقل قول. در حال حاضر افراد برجسته‌ای که به اصلاح نژادی سگ‌ها مشغولند از روش انتخاب رویه‌ای با نوعی دیدگاه مشخص و تعریف شده استفاده می‌نمایند تا بتوانند که یک نژاد جدید یا نوعی از یک نژاد جدید که برتر از نژادهای حال حاضر کشور است ایجاد کنند. ولی برای هدف ما در این مقال نوعی از انتخاب که شاید بتوان نامش را انتخاب ناخودآگاه گذاشت مهمتر است. نتیجه انتخاب ناخودآگاه این است که هر شخصی تلاش می‌کند که بهترین نوع را از میان جانوران بار بیاورد و تصاحب کند. بنابراین شخصی که علاقه به نگهداری از سگ‌های شکاری پوینتر دارد به طور طبیعی در تلاش است تا آنجا که امکان داشته باشد بهترین پوینترها را از آن خود کند و سپس از بهترین سگ‌های خود توله کشی کند، ولی در عین حال چنین شخصی انتظار یا آرزوی تغییر همیشگی نسل مزبور را ندارد. به هر تقدیر شک ندارم که این فرایند که در طول قرنها ادامه داشته هر نژادی را بهبود می‌بخشد و اصلاح می‌کند. دلیلی وجود دارد که باور کنیم سگ اسپانیل پادشاه چارلز به صورت ناخودآگاه و به حد زیادی از زمان آن شاه تا کنون دچار اصلاح گردیده است. صفحات 34 الی 35 کتاب ایشان. پایان نقل قول. اهلی سازی گیاهان و جانوران بدون هدف آینده نگری یا هر گونه ابداع و نوآوری از جانب کارگزاران و پرورش دهندگان تخم گیاهان و جانوران رخ داد، ولی خوشا به اقبال آن تبارهایی که اهلی شدند. کل باقی مانده نیاکان غلات امروزی فقط تعداد معدودی از پسرعموهایی هستند که به شکل علف هرز رویش می‌کنند و یا نزدیکترین خویشاوندان بازمانده جانوران اهلی شده امروزی به قدری کم هستند که میتوان همه آنها را فقط در چند کشتی نوح با هم سوار کرد. گوسفند وحشی چه ذکاوتی از خود نشان داده که به چوپان به عنوان منعطف‌ترین سازگاری محیطی خود دست پیدا کرده است. از طریق ایجاد یک ائتلاف همزیستی با انسان خردمند، گوسفند توانست مهمترین وظیفه بقای خود را برون سپاری کند.
پیدا کردن غذا و دوری از جانوران شکارچی. حتی گوسفندها توانستند از پناهگاه و خدمات درمانی فوری به عنوان پاداش بهره مند شوند. هزینه‌ای که برای این کار پرداخت کردند از دست دادن اختیار جفتیابی و سلاخی شدن به جای کشته شدن توسط جانوران شکارچی، اگر آن را به عنوان هزینه به حساب بیاوریم، در قیاس با عایدی آنها در جهت بقای نسل مبلغ بسیار ناچیزی به شمار می‌آید. ولی البته در نظر داشته باشیم که از سر ذکاوت گوسفندها نبود که این معامله اتفاق افتاد. این اتفاق از سر ذکاوت بی‌بصیرت و نابینای طبیعت مادرانه یا همان تکامل که منطق سیال آزاد چنین نظم و ترتیبی را به رسمیت شناخت رخ داده است. در واقع گوسفند و سایر جانوران اهلی شده از اقوام وحشی خود به میزان قابل توجهی کودن‌تر هستند. کودن هستند چون می‌توانند کودن باشند. مغز آنها از ابعاد جسمی و وزنی آنها به نسبت کوچکتر است و البته دلیل این موضوع فقط پرورش آنها به خاطر بافت ماهیچه‌ایشان یا همان گوشتشان نیست. از آن جهت که همین جانوران اهلی و هم اهلی کنندگان آنها از انفجار جمعیتی برخوردار شدند. از کمتر از 1% حجم زیستی مهره‌داران روی زمین در 10,000 سال پیش به بیش از 98% از این جمعیت در روزگار ما به پیوست به رجوع نمایید. شکی وجود ندارد که این همزیستی از نوع همیار و تسهیل کننده سازگاری برای هر دو طرف بوده است. آنچه می‌خواهم در اینجا به آن اشاره کنم این است که در کنار اهلی سازی جانوران و گیاهان، فرایند تدریجی در کار بوده که طی آن انگاره‌های وحشی خودپایدار دین عوام به طور کامل اهلی شدند. این انگاره‌ها کارگزارانی برای خود پیدا کردند. انگاره‌هایی که آنقدر خوش اقبال هستند که کارگزار دارند، یعنی افرادی را دارند که به سختی کار می‌کنند و از هوش خود بهره می‌گیرند تا آنها را انتشار دهند و از آنها در مقابل دشمنان محافظت نمایند و در نتیجه بدین صورت بار تداوم نسل از روی دوش انگاره‌ها برداشته می‌شود. این یعنی اینکه در بدترین حالت ممکن نیز این انگاره‌ها دیگر ضرورتی نخواهند داشت که جذاب به نظر برسند و یا حواس غریزی ما را اغوا کنند. به طور مثال انگاره‌های جدول ضرب اگر که نخواهیم به انگاره‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال اشاره‌ای داشته باشیم، به سختی موجب شوق و شعف مخاطبان خود می‌شود، ولی با این وجود توسط آموزگاران سخت‌کوش یا همان چوپانان انگاره‌ها نشر و بازنشر داده می‌شوند. چوپانانی که وظیفه‌شان حفظ قدرت تبارهای مندرج است. به عبارت دیگر، انگاره‌های وحشی زبان و دین عوام شبیه موش‌ها، سنجاب‌ها، کبوترها و ویروس‌ها هستند. موجوداتی که به شکل چشمگیری برای زندگی با ما و بهره برداری از ما سازگاری پیدا کردند، حال چه ما بپسندیم چه نپسندیم. برخلاف آنها انگاره‌های اهلی شده برای تداوم خود نیازمند کمک مراقبان انسانی هستند. انسان‌ها از زمانی که به پالایش آداب و اعمال کشاورزی و تشکلاتی اشتغال داشتند، غرق در تفکر درباره آداب و اعمال دینی و تشکل‌های مربوط به آن نیز بودند و البته بایستی توجه داشت که افراد متفکر در دین دغدغه‌های خاص خودشان را دارند. دغدغه‌های فردی و یا جمعی از ادراک این افراد نسبت به چه چیزی که ارزشمند می‌پندارند و اصلاً چرا آن را ارزشمند می‌پندارند. برخی از این متفکرین خردمند بودند و برخی ابله، برخی به شدت مطلع و برخی ساده‌لوح، برخی پاک و قدیس و برخی پست و بدسگال. فرضیه جرد دایموند، بحث مطرح شده در بخش 5 در خصوص جستجوی تمام عیار نیاکان ما در محیط اطرافشان برای یافتن گونه‌های اهلی شونده، قابل تعمیم به این قسمت نیز هست. پس بر این اساس می توانیم متصور شویم که کارورزان کنجکاو ترفندهای خوب محیط پیرامون را که در گستره‌ای از طراحی‌ها و الگوهای دینی ممکن قرار دارند کشف خواهند نمود. آنچه که دایموند مشاهده می‌کند تغییر شکل دسته‌های کمتر از 100 نفر به قبایلی چند صد نفره و جوامعی چند هزار نفره و سپس حکومت‌های به بیش از 50,000 نفر است که در واقع رژه‌ای بیرحمانه از مساوات‌گرایی به سوی حکومت شیادان یا دزدان به حساب می‌آید. دایموند در خصوص این جوامع چنین می‌گوید:
در بهترین حالت خدمات پرهزینه و هنگفتی را ارائه می‌دهند که امکان برخورداری از آنها برای افراد با در نظر گرفتن شرایط فردی آنها وجود ندارد. در بدترین حالت به شکل حکومت‌های دزد سالاری عمل می‌کنند که ثروت خالص عوام را به طبقات بالای اجتماع انتقال می‌دهند. چرا عوام انتقال دسترنجشان به دزدان را برمی‌تابند؟ این پرسش که از زمان نظریه پردازان سیاسی قدیم از افلاطون گرفته تا مارکس مطرح بوده، هر بار توسط رأی دهندگان در هر انتخابات مدرنی مجدداً نقل محافل می‌گردد. آورده شده از کتاب ایشان 1997 صفحه 276. پایان نقل قول. به زعم دایموند 4 راه وجود دارد که از طریق آنها دزد سالاران سعی در حفظ قدرت خود داشتند. 1. غیر مسلح نمودن عوام و مسلح نمودن خواص. 2. شاد نمودن عوام از طریق بازپخش باج و خراج دریافت شده. 3. استفاده از انحصار قدرت برای گسترش شادی از طریق حفظ نظم عمومی و کنترل خشونت. یا 4. ساختن یک ایدئولوژی یا دین در جهت توجیه دزد سالاری. صفحه 277. چگونه یک دین میتواند از دزد سالاری دفاع کند؟ از طریق ایجاد ائتلاف بین رهبر سیاسی و روحانیون که البته در چنین وضعیتی در ابتدای امر رهبر سیاسی را قدسی و یا دارای فر کیانی و یا آنطور که دایموند توصیف می‌نماید دارای یک خط مستقیم تلفن با خدایان اعلام می‌کنند. شروع نقل قول. ادیان نهادینه شده علاوه بر توجیه انتقال ثروت به دزد سالاران موجب کسب 2 منفعت مهم دیگر برای جوامع متمرکز می‌شوند. اول اینکه ایجاد ایدئولوژی یا دین مشترک از طریق ایجاد پیوند غیر نسبی باعث می شود تا مسئله همزیستی افراد غیر مرتبط به لحاظ خویشاوندی بدون کشتار و خونریزی حل شود. دوم اینکه این کار موجب ارائه انگیزه‌ای به غیر از انگیزه ژنتیکی حب ذات به افراد می شود تا جان خود را برای دیگران فدا کنند. به قیمت جان عده قلیلی از اعضای جامعه که به عنوان سرباز در جنگ کشته می شوند، این امکان برای کل جامعه فراهم می شود تا در امر غلبه بر سایر جوامع یا مقاومت در برابر حملات آنها اثر بخشتر باشد. صفحه 278. پایان نقل قول. بنابراین شاهد آن هستیم که این ابزارها تقریباً در هر دینی و همچنین در بسیاری از تشکل‌های غیر دینی بارها و بارها باز تولید می‌شوند. همانطور که لرد اکتن 1 قرن پیش خاطر نشان کرده بود، هیچ کدام از این چیزهای امروزی چیز جدیدی نیست. قدرت تمام و کمال گرایش به فساد دارد و قدرت مطلق قطعاً فاسد کننده است. ولی همین چیزها روزی روزگاری جدید بود، در روزی روزگاری که نیاکان ما برای اولین بار الگوهای طراحی خود را با توجه به تشکل‌های قدرتمند زمان خود بازنگری می‌نمودند. به طور مثال پذیرفتن جایگاه دونپایه نسبت به خدای نامرئی یک راهکار زیرکانه است. حال آنهایی که به این ایده می‌رسند خواه زیرکی مستتر در آن را آگاهانه تشخیص داده باشند یا نداده باشند. کسانی که بر این ایده تکیه می کنند یا آگاهانه و یا به نحوی از آنها رو به جلو حرکت خواهند نمود. همانطور که هر تابع و مرعوسی می داند دستورات یک فرد در صورتی اثر بخشتر خواهد بود که فرد دستور دهنده بر این موضوع تأکید داشته باشد که در صورت سرپیچی موضوع را به گوش رئیس بزرگ خواهند رساند. انواع این راهبرد در میان بسیاری و از جمله افراد خرده‌پای مافیا و یا مثلا فروشندگان اتومبیل دست دوم دیده می شود. من که خودم اجازه ندارم چنین پیشنهادی بدهم، بنابراین مجبورم با رئیسم چک کنم. 1 دقیقه ببخشید. این توضیحی بر مطلبی است که در غیر از این حالت یک معماست. هر خودکامه‌ای بر وفاداری نیروهای نزدیک به خود وابسته است. منظور این که 2 یا 3 نفر از نزدیکان فرد خودکامه برای برانداختن او از قدرت کفایت می کنند. او نمی تواند تمام عمرش با دشنه این سو آن سو برود. در ردای یک خودکامه
چگونه اطمینان حاصل می کنید که نیروهای نزدیک به خودتان هیچ فکری یا حتی تصور براندازی شما بالاتر از وفاداری به شما ندارند؟ کاشتن حس ترس از چیزی بزرگتر در سر آنها می تواند اقدام مؤثری باشد. بیشک اغلب مابین پادشاه و پیشوای بزرگ دینی صلح نانوشته‌ای وجود دارد. هر یک برای قدرت خود به دیگری وابسته است و هر دو به قدرت خدایان. والتر برکت تعریف ماکیاولیستی از اینکه چگونه این راهبرد موجب اهمیت نهادینه شدن رسم ثناگویی می شود ارائه می دهد و در عین حال برخی از پیچیدگی های مفید آن را نیز تشریح می کند. شروع نقل قول. مبلغ دینی به واسطه برتری کلامی خود نه تنها در اذهان به درجه متعالی تری می رسد، بلکه در معکوس نمودن ساختار توجه نیز به موفقیت نائل می شود. این وظیفه فرد برتر است که به حمد و ثناگویی فرد دونپایه توجه مبذول بدارد. ثناگویی روش معتبر سر و صدا کردن و جلب توجه در جمع بزرگان است. در بهترین حالت ممکن ثنا به موسیقی تبدیل می شود. ثنا به مثابه عطر خوش به عرش می رسد. بنابراین بدین صورت و به واسطه تأکید فرد پایین دست بر منزلت خود در نظامی که به شدت مورد تایید اوست، تضاد بین طبقه بالا و پایین هم مورد تأکید قرار می گیرد و هم تلطیف می شود. 1996 صفحه 91 پایان نقل قول. اگر سعی کنی از هر یک از ما 2 نفر سرپیچی کنی، خدا تو را گیر خواهد انداخت. قبل از این نیز به نقش رسومات هم در قالب تکرار و بازگویی انفرادی و هم جلسات دست جمعی رفع خطا در تسهیل وفاداری در هنگام انتقال انگاره ها پرداختیم و تأکید نمودیم که به جا آوردن این اعمال از طریق پرهزینه نمودن عدم مشارکت الزامی می گردد. ضمناً همانطور که ژوزف بالبولیا اشاره نموده است، شاید کار رسومات دینی آشکار ساختن نیروی طبیعی اجتماع دینی است، یک نمایش هراس‌انگیز برای آنانی که احتمال فرار از دین را در سر می‌پرورانند تا بدانند در مقابل چه چیزی قد علم خواهند نمود. سال 2004 صفحه 40. ولی چه چیزی در درجه اول موجب انگیزش روحیه تیمی می‌گردد؟ آیا پروژه همبسته نگه داشتن گروه‌ها اساساً روش ابداعی دزد سالاران در جهت حفظ گوسفندانشان است؟ یا شاید داستان لطیفتری وجود دارد که بایستی پرده از آن برداریم؟ بخش 6. وقتی این ایده ها به ذهن مردم وارد شد و آنها را اهلی نمود، مردم به کارگزاران همان ایده ها بدل گشتند و در این مسیر انتقال عامدانه و دوراندیشانه دین از نسلی به نسل دیگر دستخوش اصلاحات فراوانی گردید. نهانکاری، فریب و نفوذناپذیری نظاممند نسبت به تکذیب برخی از همین ویژگی ها هستند و البته در این روند که انگیزه های کارگزاران نیز وارد ماجرا شد، ویژگی های مندرج حاصل طراحی فرایندهایی بودند که نسبت به پاسخهای جدید به پرسش چه کسی ذی‌نفع است از خود حساسیت نشان می‌دادند. بخش 7. چرا افراد به گروه ها می پیوندند؟ آیا این تصمیمی عقلانی از جانب آنهاست و یا نیروهای نسبتاً ناخودآگاه انتخاب گروه در این امر دخیلند؟ با وجود اینکه مطالب بسیاری در دفاع از هر کدام از این نظرات وجود دارد، ولی این مطلب موجب نفی الگوهای امکان پذیری که توضیحی بر زمینه مهیای ما برای شکل دادن به اتحادهای متمادی هستند نمی شوند. بخش 7. ابداع روحیه تیمی. 1. راهی پیموده شده با حسن نیت. و اینجاش خیلی جالبه. فقط شخص بد هست که باید توبه کنه. فقط یک شخص خوب میتونه به یک شکل عالی توبه کنه. هر چقدر که بدتر باشی بیشتر به توبه نیاز داری و کمتر هم میتونی انجامش بدی. تنها کسی که میتونه عمل توبه رو به شکل عالی انجام بده یک شخص بی عیب و نقصه که او هم اصلا به توبه نیاز نداره. C.S. لوئیس، مسیحیت محض. هر نظام یا سامانه نظارتی، مثلا سامانه عصبی یک جانور، سامانه رشد و خویش بهسازی یک گیاه
و یا یک تصنع مهندسی شده مانند سامانه راهنمای هواپیما طوری طراحی شده تا از چیزی مراقبت کند و البته آن چیز بایستی شامل خودش هم بشود. اگر این سامانه پیش از موعد از بین برود، نسبت به انجام مأموریت خود هرچی که باشد دچار شکست شده است. وقتی سامانه نظارتی خوداندیش و آگاه باشد، این امکان وجود خواهد داشت که حب ذاتی که عامل تعیین کننده ارزیابی و عملکرد سامانه نظارتی است، دچار ریزش شود. تفکر انسانی ما دریچه‌ای وسیع از فرصت‌ها را برای ما می‌گشاید تا اهداف خود و خصوصاً مهمترین آنها را بازنگری کنیم. وقتی که درباره مزایا و معایب پیوستن به یک ائتلاف فعلی در قیاس با ترک آن و ایجاد یک ائتلاف جدید به فکر فرو می روید و یا درباره نحوه مواجهه با مشکل وفاداری در نزدیکان خود و یا تغییر ساختار قدرت محیط اجتماعیتان فکر می کنید، در واقع سرگرم ساخت راههایی هستید که از طریق آنها از قالب الگوهای پیشفرض اولیه خودتان خارج شوید. وقتی یک عامل جاندار یا به کلام من یک نظام اسنادی با در نظر گرفتن جمیع جهات درباره انجام بهترین عمل ممکن تصمیم گیری می کند، می توانیم بپرسیم که این تصمیم بهینه از منظر چه کسی و یا چه چیزی بهینه ارزیابی می گردد. پیش‌فرضی که تقریباً به شکل کم و بیش در دنیای غرب و خصوصاً در میان قشر اقتصاددان وجود دارد این است که هر عامل انسانی را به عنوان یک واحد متعقل جدا و انفرادی در نظر بگیریم. نفعش برای من چیست؟ حب ذات یا نفس از روی عقل. در عین حال باید توجه داشت که با وجود اینکه در بطن نفس چیزی وجود دارد که جوابگوی پرسش چه کسی ذی‌نفع است، ولی باز هم دلیل نمی شود که این نوع از نگرش امری مرسوم تلقی گردد. یعنی در واقع ضرورت و بایدی در این نوع نگرش وجود ندارد. به عبارت دیگر، نفس به عنوان ذی‌نفع غایی حداقل به لحاظ نظری قابل تعمیم بی‌نهایت در ظرف زمان و مکان است. به طور مثال من میتوانم به سایرین و یا حتی به یک ساختار بزرگتر اجتماعی اهمیت بدهم. هیچ بایدی وجود ندارد که در مقایسه من به ما، من را فقط به من محدود کند. پینوشت 1. در عین حال که میتوانم پیگیر عزم خود برای نیل به هدف شماره 1 باشم، میتوانم در زیر چتر هدف شماره 1 نه فقط خودم، بلکه خانواده‌ام، اسلام، مؤسسه خیریه اوکسفم یا باشگاه ورزشی شیکاگو بولز را نیز لحاظ نمایم. امکان دخیل نمودن چنین دیدگاه‌های نوآورانه‌ای در مغزمان که به واسطه تکامل فرهنگ میسر شده، چیزی است که این ظرفیت را برای گونه ما و فقط گونه ما فراهم می‌آورد تا بتوانیم اخلاقی و یا حتی غیر اخلاقی بیاندیشیم. در اینجا به یک خط سیر شناخته شده اشاره می‌کنیم. شما با یک حس تمایل قلبی اقدام به کمک به دیگران می‌نمایید و این یقین چه با نیات خوب یا چه بد را دارید که اتحادیه، باشگاه یا کلیسای شما قابلیت بهبود رفاه و سعادت دیگران را دارد. در صورت بروز وضعیت دشوار، این کارگزاری شرطی، من آنچه که به نفع اتحادیه خودمان است انجام میدهم، چون این کار به نفع همه است، ممکن است به هدف خاص‌تر و پر اهمیت‌تری که همان حفظ تمامیت اتحادیه است تبدیل شود. یعنی اگر باور شما بر این باشد که تشکل مد نظرتان بهترین راه رسیدن به خیر است، در نتیجه حفظ آن برای پروژه‌های آتی که هنوز معلوم نیست چه خواهند بود، به عنوان بالاترین آرمان عقلانی شما بدل خواهد شد. کمی غفلت موجب می شود تا از این هدف آرمانی که تمام ذهن خود را به آن معطوف داشته اید که به هر قیمتی در جهت پیشبرد منافع تشکلتان عمل کنید دور شوید یا حتی آن را به فراموشی بسپارید. در چنین حالتی اتحاد شرطی یا ابزاری در عمل قابل تمایز از تعهد نسبت به چیزی که به خودی خود خیر است نیست. با اندکی گام برداشتن در این جهت، این هدف غایی کوتاه‌بینانه به گمراهی سوق پیدا می‌کند و به هدف خودخواهانه‌ای بدل خواهد شد که مفهوم آن این است که شما می‌خواهید به هر قیمتی به عنوان زمامدار این تشکل باقی بمانید. چه کسی بهتر از من می‌تواند ما را در جهت چیرگی بر دشمنانمان رهبری نماید؟
همه ما بارها شاهد چنین مسئله‌ای بوده‌ایم و حتی شاید خودمان را در چنین شرایطی یافته باشیم که اصلاً فراموش کنیم چرا می‌خواهیم رهبر باشیم. چنین تغییرات ماهوی موجب می شود تا تصمیم گیری آگاهانه وارد مسائلی شود که سابق بر این از طریق فرایند غیر آینده نگر باز تولید ناهمسان به واسطه انتخاب طبیعی انگاره‌ها یا ژن‌ها رخ میداد. لذا این موضوع باعث مهیا شدن چند پاسخ رقیب برای پرسش چه کسی ذی‌نفع است می شود. آنچه که با در نظر گرفتن جمیع جهات برای همه خوب است، ممکن است برای آن تشکل خاص خوب نباشد و در نتیجه برای رهبر آن تشکل نیز بر وفق مراد نباشد. البته بایستی توجه داشت که در حالت واقعی و تحت نظارت اندیشه، این معیارها ممکن است گرایش به جابجایی با یکدیگر را داشته باشند. در صورت بروز چنین مسئله‌ای، منطقه‌های سیال آزادی که پیش از این به شکل ناخودآگاه شکل گرفته بودند، دچار تغییر و تقویت خواهند شد و حتی با منطق عامدانه جایگزین خواهند گردید. منظور از منطق عامدانه منطقی است که نه تنها در ذهن افراد نمودارها، الگوها و گفتگوها پرورانده می شود، بلکه بر روی آن بحث می شود، استدلال می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت مورد وفاق واقع می شود. در نتیجه مردم به کارگزاران آگاه انگاره‌های خود بدل می شوند و در عمل نگرششان به بقای انگاره‌هایشان دیگر شبیه نگرششان به بقای زبان نخواهد بود. به عبارت دیگر، فرض مردم بر این نخواهد بود که انگاره‌ها نیز مانند زبان خود به خود بقا پیدا خواهند نمود و لذا این وظیفه را به عهده خواهند گرفت تا انگاره‌های مشخصی، مثلا کلام خدا را تحت محافظت خود قرار دهند، بپرورانند، تسهیل کنند و گسترش دهند. رجوع شود به پینوشت 2. چرا می‌خواهید کارگزار دینشان باشید؟ واضح است نیست؟ آنها بر این باورند که راه زندگی معنوی همین است، یک زندگی آکنده از نیکی، و آنها صادقانه به دنبال خیر هستند. آیا حق با آنهاست؟ توجه داشته باشید که سوال این نیست که آیا ادیان موجب تسهیل سازگاری زیستی انسان شدند یا خیر. سازگاری زیستی و ارزش اخلاقی و معنوی دو مبحث کاملا متفاوتند. بنده فعلا تا زمانی که به تصویر بهتری دست پیدا کنیم، سوال درباره سازگاری زیستی را به عقب میاندازم. هرچند که این سوال خوب و عینی گرایانه است و بایستی سعی کنیم به آنها پاسخ دهیم. ولی با این وجود پاسخ به آن خللی در سوال دیگر که اصلا آیا ما باید کارگزاران دین باشیم یا خیر ایجاد نخواهد نمود. با در نظر داشتن مطلب فوق ذکر بیایید تا این پرسش را مطرح نماییم و پاسخ ندهیم: آیا در نهایت ادیان عوام و سپس ادیان سازمان یافته بر روی کسانی که مشغول به آن هستند مزایای سازگاری به بار آوردند یا خیر؟ این پرسش ذهن مردم شناسان و سایر پژوهشگران را به مدت قرنها به خود مشغول نگه داشته است و اغلب هم علت این امر از آن جهت بوده که این افراد پرسش مذکور را با پرسش ارزش معنوی یا همان غایه دین اشتباه گرفتند. البته وقتی که شرایط مهیا باشد و مانعی بر سر راه وجود نداشته باشد، به لحاظ مطرح شدن انواع فرضیه‌های آشنا کمبودی نخواهیم داشت. ضمناً به 2 مورد از فرضیه‌ها که از امکان بالاتری برخوردارند در بخش‌های بعدی این کتاب خواهیم پرداخت و اجالتاً در حال حاضر فقط آنها را لحاظ می‌نماییم. دانبر 2004 به شرح ذیل به صورت مختصر به یکی از آنها اشاره می‌کند. شروع نقل قول. قطعاً این موضوع تصادفی نیست که تقریباً تمام ادیان به پیروان خود اطمینان می‌دهند که آنها و فقط همان پیروان آن دین خاص منتخب خدا هستند و رستگاریشان تضمین شده است و اگر آیین و مناجات خود را به درستی به جای بیاورند، قادر مطلق یا هر نوعی از خدا یاری رسانی به آنها در سختی‌ها را تضمین خواهد نمود. لذا در مواقع مصیبت و سختی چنین وعده‌ای بیشک موجب ایجاد حس عمیقی از آرامش خواهد شد. رجوع شود به صفحه 191 از کتاب ایشان، پایان نقل قول. لازم به ذکر است که آرامش و تسلی تا زمانی که به شکل عملی و ملموس در بحث تصمیم گیری و اقدام منجر به ثبات قدم و حس اطمینان نشود، که البته قطع به یقین می شود،
نمیتوان آن را به عنوان یک عامل انگیزشی در موضوع سازگاری محیطی در نظر گرفت. باشد که در پناه قدرت باشید. وقتی که شما با عدم قطعیت دنیای پر از خطر روبرو میشوید، این باور که کسی بر فراز شما شاهد اعمالتان است، احتمالاً به عنوان یک عامل تقویت کننده اخلاقی و معنوی عمل خواهد کرد و این توان را خواهد داشت تا افراد وحشت زده و مردد را به پیروانی مصمم بدل نماید. این فرضیه‌ای درباره اثر بخشی انفرادی در شرایط دشوار است که ممکن است درست باشد یا نباشد. یک فرضیه کاملا مجزای دیگر این خواهد بود که شرکت در دین و مراسم دینی، مثلا انجام رسومات تشهد یا غیره، موجب ایجاد و تقویت پیوندهای اعتمادی می گردد و از این طریق باعث می شود تا گروه‌های متشکل از تک تک این افراد به شکل اثرگذارتری عمل نمایند. نسخه‌های مختلف از فرضیه سازگاری گروهی به وسیله بویر، برکرت، ویلسون و بسیاری دیگر بسط و توسعه پیدا کرده است. شاید این فرضیه ها درست باشند، شاید هم نباشند. البته به واقع شاید هر دو فرضیه به شکل توامان صحیح باشند. و البته ما نیز تلاش خواهیم نمود تا این دو فرضیه را تایید یا تکذیب نماییم. ولی بایستی غافل نشویم که همه این کارها فقط در جهت روشن شدن پرسش ارزش معنوی و اخلاقی دین است. 2. اجتماع مورچه‌ها و شرکت سهامی. اساساً علت وجود ادیان این است که چیزهایی که مردم بتوانند آنچه که به لحاظ فردی امکان دستیابی به آن ندارند به لحاظ جمعی به دست بیاورند. دیوید سولان ویلسون، کلیسای جامع داروین. ولی چه منافعی دارد؟ اصلاً چرا مردم دین می‌خواهند؟ مردم دین می‌خواهند چون دین یگانه مرجع عملی برای برخی پاداش‌ها و وعده‌های خاصی است که برایشان درخواست همگانی و سیری ناپذیر وجود دارد. رادنی استارک و راجر فینکه، اعمالی از روی ایمان. چرا افراد به گروه‌ها می‌پیوندند؟ چون دلشان اینطور می‌خواهد. ولی چرا دلشان اینطور می‌خواهد؟ به دلایل بسیار زیادی که شامل دلایل بدیهی هم می‌شود. برای حفاظت دو جانبه یا چند جانبه از یکدیگر، برای امنیت اقتصادی، برای بهبود عملکرد برداشت محصول و یا سایر فعالیت‌های ضروری و یا انجام پروژه‌های عظیمی که در غیر از این حالت امکان پذیر نیستند. ولی نقش این گروه‌ها به خودی خود دلیل اصلی شکلگیری آنها نیست، چون همواره موانعی در قالب ترس یا دشمنی مشترک وجود دارد که بایستی بر آنها فائق بیاییم. ضمن آنکه در عین حال همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که یک فرد فرصت طلب اقدام به خبرچینی یا خیانت به گروه کند. عدم توانایی ما در رسیدن به یک همکاری واقعی در سطح جهانی با وجود مزایای قانع کننده‌ای که برای این کار وجود دارد و با توجه به این واقعیت که خیلی از تلاش‌ها برای ایجاد چنین تشکل‌هایی به شکست گراییده، همگی حاکی از آن است که همکاری و وفاداری محدودی که ما از آن لذت می‌بریم در عمل یک دستاورد نادر به حساب می‌آید. ما انسان‌ها موفق شدیم تا حدودی خودمان را به شکلی متمدن نماییم که تا به حال هیچ گونه دیگری که ما می‌شناسیم دست به این کار نزده است. سایر گونه‌ها اغلب جمعیت‌هایی را تشکیل می‌دهند که در قالب گله‌ها، رمه‌ها و دسته‌ها تقسیم بندی می‌شوند و مشخص است که وقتی این گروه‌ها شکل می‌گیرند چرا سازگار هستند. ولی ما جانور چرنده نیستیم. در میان نزدیکترین خویشاوندان به ما که همان میمون‌های علفخوار یا شکارچی هستند، بزرگترین خانواده‌ها از میان میمون‌های خویشاوند تشکیل می‌گردند و تازه واردان به این خانواده بزرگ تنها پس از کشمکش و مورد ارزیابی قرار گرفتن می‌توانند به آن حلقه جدید بپیوندند. در میان شامپانزه‌ها، تازه واردها همیشه ماده‌هایی هستند که برای پیدا کردن جفت از گروه‌های خود مهاجرت کردند. ضمناً اگر شامپانزه نری سعی کند به گروه جدیدی ملحق شود، کشته خواهد شد. اصلاً تعجبی ندارد که ما نیز مثل سایر میمون‌ها تمایل خاصی در خودمان برای هم نوع‌هایمان پرورش داده باشیم، ولی در عین حال بایستی دقت داشت که این حس جمع گرایی محدودیت‌های خاص خود را نیز دارد. به کلام سیبرایت، جالب است که ما
آموخته ایم در حضور غریبه ها چطور احساس راحتی کنیم و از همین رو یکی از ایده های همواره ماندگار درباره دین این است که دین طوری عمل می کند تا پیوندهای گروهی را افزایش دهد. یعنی جماعت‌های بینوایی که هیچ ارتباطی به هم ندارند و به یک میزان نسبت به همدیگر سوء ظن دارند را به خانواده‌های به شدت همبسته و ابرارگانیسم‌های عمیقاً تأثیرگذار بدل می‌نماید. در حس همدردی قابل توجهی که به واسطه بسیاری از تشکلات دینی ایجاد می‌گردد شکی وجود ندارد، ولی آیا چنین چیزی می‌تواند توضیحی بر ظهور و وجود متمادی ادیان باشد؟ خیلی از افراد موافق بر این نظر هستند، ولی چنین چیزی چطور عمل می‌کند؟ نظریه پردازان از هر طیفی روی این موضوع اتفاق نظر دارند که تحقیق و توسعه‌ای که برای ایجاد و حفظ چنین نظام مورد نیاز است بایستی به نوعی ورزیده و کامل باشد. لذا بر طبق مطالب فوق ذکر ابتدا به ساکن دو راه در پیش روی خود خواهد بود: مسیر فرضی اجتماع مورچگان و مسیر فرضی شرکت سهامی. انتخاب طبیعی در طی اعصار موجب شکلگیری الگویی برای مورچه‌ها شده است که در قالب آن تک تک مورچه‌ها به متخصصانی تبدیل می‌شوند که به طور خودکار تلاش‌های خود را با همدیگر هماهنگ می‌نمایند و یک اجتماع هماهنگ و پویا را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که بار رسیدن به این تشکل پویای امروزی بر روی یک مورچه خاص قهرمان در گذشته نبوده است. اجباری هم بر این کار نبوده، چون انتخاب طبیعی کل آزمون و خطا را انجام داده و هیچ زمانی هیچ مورچه‌ای به صورت انفرادی و یا دسته‌ای از مورچگان به شکل جمعی نقش حاکم را بازی نکردند. برخلاف مثال مورچگان، شرکت سهامی نتیجه تصمیم خردمندانه فرد و یا افراد مشخصی است. این افراد الگوی حاکم را طراحی می‌کنند، نسبت به شراکت اجماع می‌کنند و سپس بر فعالیت‌های شرکت نظارت می‌کنند. هر کدام از افراد به عنوان عوامل زنده متعقل در شرکت به دنبال منافع خود هستند و تحلیل‌های سود و زیان انفرادی خود را به عمل می‌آورند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که مستقیم یا غیر مستقیم ویژگی‌های شرکت را شکل می‌دهد. آیا پابرجایی دین و توانایی حفظ ساختار و حرکت رو به جلو آن در تقابل با قانون دوم ترمودینامیک شبیه پابرجایی اجتماع مورچگان یا یک شرکت سهامی است؟ آیا دین محصول غریزه نابینای تکامل است یا انتخاب عقلانی؟ و یا اینکه امکان دیگری نیز وجود دارد، مثلا اینکه هدیه‌ای از جانب خدا باشد؟ عدم توفیق در پرسیدن این سوال پاسخ بماند به جای خودش اتهامی است که برای مدت مدیدی از آن برای بی‌اعتبار نمودن مکتب نقشگرا در جامعه شناسی که توسط امیل دورکهایم مطرح گردید استفاده شده است. بر طبق نظر منتقدان، طرز نگاه نقشگرایان به جوامع طوری است که انگار جوامع موجودات زنده‌ای هستند که از طریق برخی سازگاری‌ها در اندام خود سلامتی و نیروی خود را حفظ می‌کنند، ولی در این حال نقشگرایان توضیحی درباره چگونگی طراحی و تنظیم این ابرارگانیسم‌ها و نحوه شکلگیری آنها ارائه نمی‌دهند. این نقد در اصل همان نقدی است که توسط زیستشناسان زیستی به فرضیه گایای، لاولاک 1979 و چند تن دیگر وارد شده است. بر اساس فرضیه گایا، لایه زیستی زمین به خودی خود یک ابرارگانیسم است که با حفظ تعادلات خود موجب پایداری حیات بر روی کره زمین می‌گردد. ایده جالبی است، ولی ریچارد داکینز این گونه به اختصار به آن می‌پردازد. شروع نقل قول: به جهت قیاس دقیق میبایست مجموعه‌ای از چندین گایا احتمالاً بر روی چند سیاره وجود می‌داشته است. در این میان لایه‌های زیستی که موفق به توسعه سازوکارهای کارآمد در تعادل زیستی فضای پیرامونی سیاره خود نشدند، رو به زوال گراییدند. علاوه بر آن، به جهت اینکه قیاسمان درست باشد بایستی نوعی تولید مثل که طی آن سیاره‌های موفق توانستند رونوشت‌های اشکال حیات خود را بر روی سیاره‌های جدید باز تولید کنند را نیز متصور شویم. 1999 1982 صفحه 236 پایان نقل قول.
علاقمندان به فرضیه گایا اگر تمایل دارند که کلامشان جدی گرفته شود، بایست این پرسش را مطرح کنند و به آن پاسخ بدهند که نظام‌های تعادلی زیستی که متصور هستیم چگونه طراحی و به کار گرفته شدند. نقشگرایان حاضر در علوم اجتماعی نیز همین بار را بر دوش خواهند داشت. سپس دیوید سولان ویلسون سال 2002 و نظریه انتخاب چند لایه‌ای او را داریم که سعی داشته برای برهه‌ای از زمان از نوعی از نقشگرایی دفاع کند. ویلسون مبنای فرایند طراحی و الگوسازی را در همان الگوریتم‌های واحد تحقیق و توسعه‌ای قرار می‌دهد که مسئول ایجاد باقی لایه زیستی زمین هستند. بر طبق نظر ویلسون، ابتکارات الگویی که به صورت سازمان یافته در کار هستند تا گروه‌های انسانی را به هم متصل نمایند، نتیجه میراث بر جای مانده از زمان داروینند که تحت تأثیر بازتولید ناهمسان سازگارترین گونه‌ها اتفاق می‌افتند و بایستی در نظر داشت که همین حالت در سطوحی دیگر از جمله در سطح گروه‌ها نیز رخ می‌دهد و بازتولید ناهمسان سازگارترین گروه‌ها به این شکل اتفاق می‌افتد. به طور خلاصه ویلسون این چالش را میپذیرد که نشان دهد که رقابت بین گروه‌های رقیب منجر به انقراض گروه‌هایی گردیده که در قیاس با گروه‌های بهتر از خودشان دچار ایرادات طراحی و الگویی بودند. ضمناً همین گروه‌های بهتر به لحاظ طراحی ذی‌نفعان آن منطق سیال آزاد هستند، ولی در عین حال اعضای این گروه‌ها نیازی به درک این موضوع ندارند. چه کسی ذی‌نفع است؟ سازگاری گروه بایستی سازگاری تک تک اعضای خود را به بالاترین سطح ممکن برساند و اگر چند گروه ذی‌نفعان نهایی باشند، پس در نتیجه با هم رقیب نیز خواهند بود. این امکان وجود دارد که انتخاب در تمامی سطوح به یک باره اتفاق بیفتد، ولی با وجود این موضوع به خاطر اینکه سطوح مختلفی از رقابت وجود دارد، لذا انتخاب فقط در یک سطح اتفاق نمی‌افتد. منتقدان برای مدت طولانی توسل نقشگرایان به چیزی شبیه خرد اجتماعی عرفانی، شبیه خرد موجود در نظریه گایا را مورد طعنه و تمسخر قرار دادند. ولی وقتی که ویلسون تأکید می‌کند که در مورد بکارگیری نقش‌های گروه‌گرایانه دورکهایم نیازی به چیز خاصی که عرفانی یا رازآلود باشد نیست، حق با اوست، ولی فقط در صورتی که او اول بتواند فرایند انتخاب گروهی را به منصه ظهور برساند. خرد توزیع شده در سطح اجتماعی از مورچگان که به نوبه خود یک ابرارگانیسم به حساب می‌آید، به وسیله زیست شناسان تکاملی عمیقاً و به طور موشکافانه مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً شکی وجود ندارد که فرایندهای تکاملی آن نیز مورد تحلیل قرار گرفتند و یقیناً فرایندهای تکاملی می‌توانند تحت شرایط خاص، مثلا شبیه آنچه که درباره حشرات اجتماعی حاکم است، بر روی سازگاری‌های گروهی تأثیرگذار باشند و آنها را شکل بدهند. ولی انسان‌ها مورچه نیستند و یا خیلی با مورچه‌ها شباهتی هم ندارند و فقط در این میان تشکیلات دینی خیلی سفت و سخت هستند که از روی سبک فاشیستی حشرات اجتماعی تقلید می‌کنند. ذهن انسان ابزاری پیچیده و به شدت اکتشافگر است و با پرسش‌های فرسایشی و دشواری در خصوص جزئیات دنیای اطراف روبرو می‌شود. بنابراین اگر که قرار است اقبالی برای موفقیت از طریق مسیر انتخاب گروهی باشد، بهتر است که تکامل با هدف سازگار نمودن انسان حس گروه گرایی وی را به هشدار دهنده‌های معینی مجهز سازد. تصور ویلسون بر این است که رقابت بین گروه‌ها یا تشکل‌های دینی با بقای ناهمسان و بازتولید برخی از آنها سبب می‌شود تا الگوهای فاخری از ویژگی‌های طراحی شده‌ای که در ادیان می‌بینیم ایجاد شوند. ضمن آنکه با انجام این کار وجود ویژگی‌های مزبور نیز به لحاظ هزینه تکامل زیستی توجیه می‌گردد. قطب مقابل این دیدگاه تنها گزینه‌ای که به نظر وجود دارد یا حداقل به عنوان اولین مخالف ظاهر شده در اختیار نظریه پردازان انتخاب عقلانی است. این دسته اخیراً با هدف به چالش کشیدن دیدگاه انتشار یافته دانشمندان اجتماعی که دین نوعی از جنون است، در مقابل ادعای آنها قد علم نمودند. همانطور که رادنی استارک و راجر فینکه سال 2000 با حالتی سرزنش‌آمیز یادآور شدند، به مدت بیش از 3 قرن اندیشه استاندارد نظام اجتماعی علمی این بوده که رفتار دینی بایستی غیر عقلانی تلقی شود.
غیر عقلانی بودن رفتار دینی از آن جهت است که مردم از سر ایمان است که اقدام به اهدای قربانی می کنند، چون بدیهی است که از هیچ انسان عاقلی چنین کاری سر نمیزند. صفحه 42. و در ادامه این دو نویسنده تأکید می‌ورزند که به همان نسبت که لزومی ندارد تا خودمان مجرم باشیم که بتوانید عقلانیت را به خیلی از اعمال مجرمانه اسناد دهید، همانطور که نظریه‌های پیشرو در زمینه جرم و انحرافات بر این اساس هستند، برای پی بردن به عقلانیت مستتر در رفتار دینی نیز حتما نباید خودتان فرد متدینی باشید. آنچه که ما میگوییم این است که رفتار دینی تا آنجا که ناظر بر رخداد آن هستیم به طور عموم بر اساس محاسبات سود و زیان است و بنابراین این رفتار دینی هم به همان مفهوم عقلانی است که رفتار سایرین عقلانی است. صفحه 36. پایان نقل قول. استارک و فینکه بر این ادعا هستند که به واقع ادیان مثل شرکت‌های سهامی هستند. تشکلات دینی جزئی از تشکلات اجتماعی هستند که هدفشان ایجاد، حفظ و عرضه دین به تعدادی از افراد و در این حال پشتیبانی و نظارت بر مراوداتشان با خدا یا خدایان است. صفحه 103. تقاضا برای آنچه که دین عرضه می کند دچار نوسان نمی شود. در یک بازار آزاد با حق انتخاب دینی، مثلا در آمریکا که هیچ گونه دین رسمی وجود ندارد و ادیان بسیاری با هم رقابت دارند، رقابت شدیدی در میان ادیان جهت سلطه بر بازار وجود دارد. به لحاظ مفهوم اقتصادی این کار تعریف کاملی از سیاست عرضه مضاعف است. ولی همانطور که ویلسون در یکی از مقایسات مفید خود بین نظریه خود و نظریه استارک و فینکه متذکر شده، طرح مطلب فوق ذکر پاسخی بر چرایی واحد تحقیق و توسعه دین نیست. حتی با فرض اینکه همین حالا این صحبت را صحیح در نظر بگیریم، باز با این وجود بایستی توجه داشته باشیم که برای اعضای یک تشکل دینی عقلانی به نظر می رسد که تصمیماتی از نوع تصمیمات منطبق بر بازار را درباره اینکه روی چه دینی سرمایه گذاری کنند اتخاذ نمایند. شروع نقل قول. ولی دین چگونه به ساختاری دست پیدا کرد که به شکل سازگارا و صحیح بتواند حق انتخاب عوامل فزاینده خدماتی و کاربردی خود را محدود نماید؟ بایستی ساختار دین را تشریح کنیم و به مجرد اینکه ساختار مربوطه تعریف گردید، توضیحی بر رفتار افراد مرتبط با آن را ارائه دهیم. آیا رسومات عجیب و غریب به صورت آگاهانه توسط بازیگران متعقل و با هدف افزایش حداکثری به کارگیری آن رسومات ابداع گردیدند؟ اگر چنین است، پس علت اقدام اعضای آن تشکل دینی خاص به افزایش حداکثری خیر جمعی در چیست؟ آیا باید تمام ویژگی‌های تطبیقی و سازگاری دین را به یک فرایند روانی تحلیل سود و زیان مرتبط بدانیم؟ آیا امکانهایی از جمله انحراف از معیار ناآگاهانه و یا به خاطر سپاری گزینشی وجود ندارد؟ هرچه که باشد، هزاران دین پا به عرصه وجود می‌گذارند و از بین می‌روند بدون اینکه کسی متوجه بشود. علت این امر از آن جهت است که ادیان مزبور موفق نشدند به جز عده انگشت شماری بقیه را به سوی خود جذب کنند. استارک و بینبریج 1985. شاید ویژگی‌های سازگاری چند دینی که از میان آن همه باقی ماندند بیشتر نتیجه جهش‌های تصادفی بوده تا انتخاب‌هایی از روی عقل. صفحه 82. پایان نقل قول. نظر ویلسون در ارتباط با تأکید بر مواردی بدیلی همچون انحراف از معیار و فرایند به خاطر سپاری گزینشی صحیح است، ولی تکیه او بر نسخه افراطی انتخاب گروهی موجب می شود تا از مورد مهمتری غافل شود. فرایند الگوی تکاملی که ادیان را به بار آورده شامل بازتولید ناهمسان انگاره‌ها می شود و نه گروه‌ها. ویلسون به اختصار به این موضوع اشاره دارد، ولی بدون اینکه حتی بخواهد نظری اجمالی بر روی آن داشته باشد آن را رد می کند. علت عمده این امر از آن جهت است که وی آموزه نهادینه مرتبط با این فرضیه را به این شکل می بیند که ویژگی‌های دینی ماهیت کاربردی و خدماتی ندارند. تصور ویلسون بر این است که نظریه انگاره‌ها باید به شکلی دیده شوند که در آن تمام انگاره‌های دینی از نوع انگل کاهنده سازگاری هستند و بسیار به ندرت انگاره‌ای وجود داشته که از نوع خنثی، همپرورد و یا همیار بوده باشد. رجوع شود به پینوشت 4.
در اینجا ویلسون به واسطه یک سوء تفاهم دچار گمراهی شده است. ریچارد داکینز به عنوان کسی که واژه انگاره را مطرح نمود، هیچ گونه رابطه دوستانه‌ای با دین ندارد و اغلب انگاره‌ها و به خصوص انگاره‌های دینی را به ویروس تشبیه نموده است و بر روی این نکته تأکید داشته که با وجود اینکه این انگاره‌ها اثرات زیانباری بر روی میزبانان انسانی خود ایجاد می‌کنند، ولی همچنان از ظرفیت تکثیر بهره مندند. علی‌رغم اینکه این ادعای تکان دهنده از امکان بالایی برخوردار است، ولی نبایستی فراموش کنیم که اکثریت قریب به اتفاق انگاره‌ها به مانند اکثریت همزیست‌های باکتریایی و ویروسی ساکن در بدن ما یا خنثی هستند و یا حتی مفید، البته از دید قابلیت سازگاری میزبان. با این اوصاف، در مقابل فرضیه سطوح گروهی ویلسون، من فرضیه بدیل انگار محور میان روی خودم را بدین شرح مطرح می‌نمایم. انگاره‌هایی که موجب تقویت حس همدردی گروهی در انسان‌ها می‌شوند، خصوصاً در موقعیت‌هایی نمود دارند که بقای میزبان و به همین نسبت سازگاری میزبان به طور مستقیم به نیروهای پیوندی میزبانان در گروه‌ها وابسته است. توفیق چنین گروه‌هایی که آکنده از انگاره‌ها هستند به خودی خود یک ابزار تبلیغاتی قوی در جهت تسهیل کنجکاوی و غبطه برونگروهی نسبت به آنها به حساب می‌آید. و لذا این امکان بیشتر فراهم خواهد شد تا کندوکاو زبانشناسی، قومیتی و جغرافیایی نسبت به آنها صورت پذیرد. به مانند نظریه افراطی انتخاب گروهی ویلسون، این فرضیه نیز می‌تواند بدون هر گونه ادعایی در خصوص وجود طراحان متعقل، یعنی دین به مثابه مسیر یک شرکت سهامی، اساساً به عنوان توضیح چرایی کمال طراحی موجود در ادیان تلقی گردد، ضمن آنکه فرضیه مزبور این قابلیت را خواهد داشت تا به شکل روشنی توضیحی بر مقدم بودن سازگاری گروهی در دین نسبت به سازگاری انفرادی باشد. بر حسب این نظریه اجباری نیست تا حتما ادعا کنیم که رقابت بازتولید گروهی وجود دارد. فقط باید به این موضوع بسنده کنیم که در یک ظرف فرهنگی آرا و نظرات با یکدیگر در رقابت هستند. ایده هایی که باعث می شوند افراد در قالب گروه اقدام نمایند به خاطر ویژگی گروه محور خود به شکل اثر بخشتری گسترش پیدا می کنند. همانطور که توکسوپلاسما گوندی موشها را به اعمال بیباکانه در مقابل گربه ها ترغیب می نماید، در حالی که ایده هایی که امکان اثر بخشی کمتری در ایجاد همبستگی در افراد جهت تشکیل گروه های عظیم را دارند، به ناچار بسیار کمتر منتشر می شوند. اگر از منظر انگاره‌ای به موضوع بنگریم، این امکان را خواهیم داشت تا دو قطب مقابل به لحاظ نظری، یعنی اجتماع مورچگان در مقابل شرکت سهامی را با هم متحد نماییم و تحقیق و توسعه گروهگرایی در انسان را به این شکل توضیح دهیم که تمایل مزبور در انسانها نتیجه ترکیب برخی فرایندهای آگاهانه و ناآگاهانه بوده است. ضمن آنکه در این ترکیب فرایندهای گزینشی واسطی نیز وجود دارند که هر کدام لایه‌ای از بار دانش و معلومات را با خود به همراه دارند. چون انسانها با مورچگان تفاوت دارند و از عقل بهره زیادی میبرند، در نتیجه احتمال اینکه در یک فعالیت گروهی سرمایه گذاری کنند بسیار کم است، مگر آنکه منافعی که از محل آن سرمایه گذاری عایدشان می شود را بتوانند تشخیص دهند یا فکر کنند که تشخیص می دهند. لذا ایده هایی که موجب افزایش حداکثری گروه گرایی می گردند، آنهایی خواهند بود که به گفته استارک و فینکه برای پاداش ها و وعده های خاص آنها درخواست همگانی و سیری ناپذیر وجود دارد. یکی از دستاوردهای این دیدگاه متحد این است که فضای کافی برای موضع‌گیری موقت در خصوص جایگاه دین را فراهم می‌آورد و علاوه بر آن توضیحی بر یکی از دردسرسازترین ویژگی‌های الگوی انتخاب عقلانی به حساب می‌آید. استارک، فینکه و سایر نظریه پردازان انتخاب عقلانی مایلند تا تصویر مدافع گونه‌ای از خودشان بابت کسانی که به دین و ایمان خاصی باور دارند ارائه دهند و لذا در عمل کلامشان بدین شکل است: آنها دیوانه نیستند بلکه باهوشند.
اگرچه بایستی توجه داشت که چنین تحلیل به عمد خشک و سرد و عقلگرایی از بازار محصولات دینی عمیقاً موجب ایجاد حس اهانت در بسیاری از افراد مذهبی می‌گردد. پینوشت 6. این دسته از نظریه پردازان نمی‌خواهند که خودشان را به این شکل ببینند که انگار در حال سرمایه‌گذاری محتاطانه و زیرکانه در مؤثرترین عرضه کننده منافع و مزایای اعتقادات فراتبیعی هستند. آنها می‌خواهند طوری به نظر برسند که انگار کل آن ملاحظات خودخواهانه و نظارت عقلانی خود را به خاطر قدرتی متعالی‌تر کنار گذاشتند. نظریه انگاره‌ها توضیحی بر همین مطلب است. بر حسب این نظریه ذی‌نفعان غایی این سازگاری‌ها و تطبیقات دینی خود انگاره‌ها هستند، ولی در این حال گسترش انگاره‌ها در رقابت با سایر انگاره‌ها بر توانایی آنها برای جذب میزبان به هر روش ممکنی وابسته است. به محض اینکه بیعت سرسپردگی حاصل شد، میزبان به یک خدمتگزار متعقل تبدیل می شود، ولی بایستی در نظر داشت که اجباری وجود ندارد و حتما نبایستی که حصول اولیه بیعت یک انتخاب عقلانی از طرف شخص میزبان بوده باشد. گاهی اوقات نیاز است تا انگاره‌ها به آرامی به درون منازل جدید خود وارد شوند و از طریق ترغیب نوعی انفعال و پذیرش در میزبان خود بر مقاومت عقلانی آنها فائق بیایند. ویلیام جیمز به عنوان یک متخصص انگاره‌ها بسیار زودتر از زمان خودش به اهمیت این ویژگی برای ادیان مختلف اشاره کرد و توجه ما را به یک نمونه متقابل غیر دینی جلب نمود. معلم موسیقی که به این شکل شاگردان خود را راهنمایی می کند. نمی خواهد سعی کنید. خودش خود به خود انجام میشه. 1902 صفحه 206. به حال خودش رهایش کنید و ذهن خود را درگیر نکنید و اجازه بدید آن دسته اطلاعاتی یا همان دستورالعمل عادت سوار بر شما شود. شروع نقل قول. شاید بتوان اینطور بیان کرد که کل توسعه دین مسیحیت در بحث ژرف اندیشی بیش از هر چیزی به تأکید شدید بر موضوع خود تسلیمی مرتبط باشد. صفحات 210 الی 211. اگر که قرار بود از منظر تاریخ طبیعی محض روایتی از ذهن انسان را تعریف می کردیم که در آن هیچ گونه نفع دینی وجود نداشت، همچنان بایستی درباره استعداد و حس دین انسان نسبت به گرایش ناگهانی و تمام و کمال به عنوان یکی از جالبترین خصیصه‌های عجیب او مطالبی را به رشته تحریر در می آوردیم. صفحه 230 پایان نقل قول. خالی از لطف نیست که یادآور شویم کلمه عربی اسلام به معنی سرسپردگی است. این نظر که مسلمانان باید گسترش اسلام را مقدمتر از منافع شخصی خود بدانند ریشه در واژه اسلام دارد و البته اسلام در این رهگذر تنها نیست. چه چیزی برای مسیحیان دو آتشه از رفاه و زندگی خودشان مهمتر است؟ به شما خواهند گفت کلام خدا. بست کلام خدا همان هدف غایی است و اگر برای گسترش کلام خدا از آنها خواسته شود تا فرزند آوری کنند و شاهد افزایش نوادگان خود باشند، آنها نهایت تلاش خود را جهت اطاعت از این دستور به کار خواهند بست. این افراد از اینکه انگاره‌ای به آنها دستوری را ابلاغ نموده و غریزه تولید مثل آنها را تحت شعاع قرار داده، دچار عقب نشینی نمی‌شوند، بلکه با آغوش باز آن دستور را می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که دقیقاً همین دلیل موجب تمایز آنها از حیوانات می‌گردد. این انگاره به آنها ارزشی را نشان می‌دهد که آن را دنبال نمایند و البته که این ارزش از الزام ژنتیکی که افق تصمیم گیری سایر گونه ها را محدود می نماید متعالی تر است. ضمن آنکه به زعم خودشان در تمایل به دستیابی به ارزش مزبور به اندازه‌ای که امکان داشته باشد عقلانی خواهند بود. وقتی هدف آنها شماره 1 باشد، شماره 1 همان کلام غایی خواهد بود، نه پوست خودشان، چه برسد به ژن خودخواهشان. هیچ مورچه‌ای نمی‌تواند خودش را در خدمت کلام غایی قرار دهد. مورچه زبان یا فرهنگ خاصی که بخواهیم به آن اشاره کنیم ندارد.
ما کاربران زبان نه فقط از کلام غایی بلکه کلام‌های بسیاری استفاده می‌کنیم و ترکیبات این کلمات موجب می‌شود تا ائتلافاتی را تشکیل دهیم که در حصول سرسپردگی ما با همدیگر رقابت دارند. این دقیقاً همان جایی است که شرایط برای ظهور نظریه انتخاب عقلانی مهیا می‌شود. چون همانطور که شاهد بودیم وقتی انسان‌ها به کارگزاران انگاره‌های محبوب خود بدل می‌گردند، مسابقه تسلیحاتی برای پیشرفت‌های آتی مد نظرشان در پی آن رخ خواهد داد. تمام الگوهای طراحی در نهایت بایستی به بحث آزمون و خطا سپرده شوند، ولی با توجه به داده‌های محدود از دنیای بیرحم واقعی بیرون که در آخر هم بایستی در آن آزمایش نهایی را به عمل بیاوریم، بخش زیادی از این عملیات آزمایشی به صورت ذهنی و در قالب تجسمات در مغز خودمان رخ می‌دهد تا به این صورت تمام جوانب امر و بهترین عملکرد را قبل از اینکه آن طراحی مد نظر وارد دنیای واقعی بشود را بسنجیم. تصور ذهنی یک موضوع در مغز در قیاس با آزمایش نمودن آن در دنیای واقعی و اینکه وظیفه غربالگری را به طبیعت بسپاریم سریعتر و ارزانتر خواهد بود، ولی در این حال آینده نگری انسان با وجود تسریع عملیات دچار سوگیری و خطا می باشد و لذا از این روست که ما اغلب دچار اشتباه می شویم. مهندسی انگاره همانند مهندسی ژنتیک اگر که مراقب نباشیم می تواند موجب خلق هیولاهایی شود و اگر این هیولاها از آزمایشگاه فرار کنند ممکن است علیرغم تلاش‌های ما بسط و گسترش پیدا کنند. همیشه بایستی قانون دوم اورگل را به خاطر داشته باشید. تکامل از شما باهوشتر است. اجازه دهید تا در اینجا دچار وقفه‌ای شویم و بنده اشاره‌ای به کاری که همین الان انجام دادیم داشته باشم. مخالفان سرسخت داروین در علوم انسانی و اجتماعی به شکل سنتی از این موضوع واهمه داشتند که دیدگاه تکاملی نه تنها طرز تفکر مورد علاقه آنها بلکه کل جماعت قهرمان نویسندگان، هنرمندان، مبتکران و سایر مدافعان و دوستداران این ایده ها را با هم محو خواهد نمود. بر همین اساس تمایل آنها بر این بوده تا با یقینی آکنده از ناامیدی ولی عاری از هر گونه برهان و مدرکی اعلام نمایند که فرهنگ و اجتماع انسانی فقط قابل تعبیر است و نمیتوان لایه‌های علی و معلولی آن را توضیح داد. این افراد برای ادعای خود از روش‌ها و پیش‌فرض‌هایی استفاده می‌کنند که کاملاً غیر قابل سنجش، اندازه‌گیری و یا برگردان به زبان و روش‌های علوم طبیعی هستند. شعارشان شاید این باشد: شما نمیتوانید از آن سو به این سو بیایید، امکان احداث پل بر روی این شکاف میسر نیست. ولی با این اوصاف ما تا همین جای کار موفق شدیم تا رهگذری اجمالی عاری از معجزه و عینی‌گرا را ترسیم کنیم که آغاز راه آن طبیعت نابینا، مکانیکی و خودکار است و سوی دیگرش دفاع جانانه و توصیفات مبسوط از متعالی ترین ایده های انسانی است. این شکاف چیزی نیست جز یک توهم از تصوری دهشتناک. ما بهتر می توانیم خودمان را به عنوان قهرمانان ایده ها و مدافع ارزش ها بفهمیم. البته اگر که ابتدا به ساکن متوجه شویم اصلاً چگونه به این نقش ویژه دست پیدا کرده ایم. وقتی در بازار مکاره ایده ها گزینه های مختلفی جهت ارائه وجود داشته باشد، رقیبان بزرگتر و قویتری به دنبال جلب سرسپردگی خواهند بود و این موضوع نه تنها مختص به ادیان در حال جهش بلکه در ادامه راه در ارتباط با نهادهای غیر دینی و سکولار نیز خواهد بود. در میان ائتلاف‌هایی که بر حسب قرابت ژنتیکی نبودند ولی در طی تاریخ اخیر انسان فعالیتی رو به رشدی داشتند، میتوان به احزاب سیاسی، گروه‌های انقلابی، تشکلات قومی، اتحادیه‌های کارگری، تیم‌های ورزشی و همچنین مافیا اشاره نمود. وضعیت تعاملی عضویت در این گروه‌ها، شرایط ورود و خروج از آنها، وفاداری و الزام به آنها از طریق مجازات یا غیره، در سالهای اخیر به صورت فشرده مورد مطالعه اندیشمندان تکاملی در رشته‌های گوناگون قرار گرفته است. اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی، ادراکی، زیست شناسی و البته فلسفه. رجوع شود به پینوشت 7. نتایج حاصله موجب روشن شدن علل همکاری و نوع دوستی در محیط‌های دینی و غیر دینی می‌گردد و این کار به نوبه خود به ما کمک می‌کند تا ویژگی‌هایی که تشکلات دینی را از سایر تشکلات متمایز می‌دارد شناسایی نماییم. 3.
بازار ترقی در دین، گزاره 75. وقتی که بنیان اقتصاد دینی بدون قوانین نظارتی و به شکل رقابتی باشد، سطوح مشارکت در دین بالا خواهد رفت و بالعکس آن، در صورت عدم وجود رقابت، تشکل‌های غالب توان کافی برای حفظ پایداری فعالیت‌های اثرگذار در زمینه بازاریابی را نخواهند داشت و معلول آن سطوح مشارکت پایین در دین خواهد بود و میانگین عمومی افراد جامعه یا هزینه‌های دینی را به حداقل می‌رسانند و یا به تعویق می‌اندازند. رادنی استارک و راجر فینکه، اعمالی از روی ایمان. در هر وجهی از زندگی دینی، ایمان آمریکایی با فرهنگ آمریکایی تلاقی داشته است و در این تلاقی این فرهنگ آمریکایی بوده که پیروز شده است. آلن وولف، دگردیسی دین آمریکایی. ما محصولی بهتر از صابون یا اتومبیل داریم. ما زندگی ابدی داریم. کشیش جیم باکر. پینوشت 8. چرا برای تضمین آتیه تشکل دینی ایثار و فداکاری کنیم؟ به طور مثال چرا فردی باید در عین عضویت و مشارکت در یک اتحادیه کارگری، حزب سیاسی و یا با یک باشگاه اجتماعی تمایل به وفاداری به دینی نیز داشته باشد؟ این چراها به شکل خنثی و بی‌طرف در بین دو طیف متفاوت از پاسخها وجود دارند. می شود اینطور پرسید که چرا تمایل به وفاداری به یک دین عقلانی است؟ و یا می توان اینطور پرسید که اصلا چرا برای مردم این امر به نوعی طبیعی است که به دین خاصی کشیده شوند و آن دین در ادامه به آنها فرمان وفاداری بدهد؟ این سوال را در نظر بگیرید. چرا بسیاری از مردم از ارتفاع می ترسند؟ یک پاسخ این است: چون ترس از ارتفاع عقلانی است. امکان دارد بیفتید و دچار آسیب شوید. پاسخ دیگر این خواهد بود: ما در خودمان احتیاط غریزی را تکامل دادیم که عامل محرک آن ادراک قرار گرفتن در موقعیتی است که ارتفاع بلند را به ذهن متبادر می کند. در برخی افراد این احتیاط غریزی بیش از آنچه که مفید باشد تشدید می گردد. ترس این افراد طبیعی است. ما این امکان را داریم تا وجود این ترس را بدون توسل به حاله‌های رازآلود توضیح دهیم. دلیلش غیر عقلانی بودن است. اگر نگاه دقیقی به پاسخ اول درباره دین، آنطور که به وسیله نظریه انتخاب عقلانی مطرح گردیده بیاندازیم، این موقعیت را خواهیم داشت تا نیروها و محدودیت‌های شکل دهنده به این بدیل‌ها را مورد مشاهده قرار دهیم. در طول 2 دهه گذشته رادنی استارک و همکاران ایشان به واسطه تلاش‌های بی‌وقفه موفق شدند که پاسخ خود را بر اساس نظریه انتخاب عقلانی ارائه دهند. ادعای آنها بدین شکل است که به علت وجود این تصور که دینمداری نشانه از بلاهت، روانپریشی، بینوایی، نادانی یا شعور اشتباه و یا فاصله گرفتن از تجدد است، انجام کار قابل اطمینان در زمینه مطالعه علمی اجتماعی دین در حال حاضر غیر ممکن است. استارک و فینکه، 2000 صفحه 18. تمرکز این گروه بر روی دین ایالات متحده است و الگوی پژوهشی آنها پیاده‌سازی مستقیم یک نظریه اقتصادی است. شروع نقل قول. به واقع اقتصاد دین آمریکایی با بهره‌گیری از 2 قرن برای توسعه خود در زیر چتر بازار آزاد موفق شده تا از دست نیافتنی ترین بلند پروازی‌های آدام اسمیت درباره نیروهای خلاق بازار آزاد پیشی بگیرد. رجوع شود به مور 1994. در آمریکا بیش از 1500 فرقه و مذهب مختلف وجود دارد. ملتون 1998 که بسیاری از آنها از اندازه بزرگی برخوردارند. 24 مورد از آنها هر کدام بیش از 1 میلیون نفر عضو دارند. تک تک این تشکل‌ها به طور کامل به کمک‌های داوطلبانه وابستند و در حال حاضر رقم کل اعانه‌ها در آمریکا 60 میلیارد دلار در سال یا بیش از 330 دلار برای هر فرد بالای 18 سال به طور سالیانه است. این ارقام بدون در نظر گرفتن کمک به ساخت اماکن مذهبی، ساخت کلیسای جدید در سال 1993 به رقم 3 میلیارد دلار رسید و کمک به مدارس مذهبی، بیمارستان‌ها و فعالیت مبلغین مذهبی خارج از کشور است. در سال 1996 مبلغ اعانه‌ای بیش از 2.3 میلیارد دلار برای پشتیبانی از مبلغین مذهبی خارج از کشور جمع گردید و بخش قابل توجهی از این مبلغ برای مبلغین فعال در اروپا هزینه گردید.
صفحه 223 پایان نقل قول. H.L. منکن زمانی این اظهار نظر را مطرح نمود: تنها پروتستان‌های قابل احترام بنیادگراها هستند. متاسفانه آنها هم ابلهانی آشکارند. خیلی افراد خصوصا از قشر دانشگاهی با این صحبت هم عقیدند، ولی نه استارک و نه فینکه. به طور اخص استارک و فینکه تمایل دارند تا این ایده آشنا که هر چقدر مذهبی بنیادگراتر و تبشیری تر باشد پس غیر عقلانی تر است را مردود بشمارند. شروع نقل قول. در میان نظرات متداولتر که چرا کلیساهای تبشیری در حال رشد هستند، مواردی همچون سرکوب حس جنسی، طلاق، شهرگرایی، نژاد پرستی، برتری طلبی جنسی، دغدغه‌های حقوقی و تغییرات سریع اجتماعی وجود دارد. ولی هواداران پارادایم‌های یا ابرانگاره‌های قدیمی هیچگاه استدلال‌های دینی این مسئله را مورد بررسی و پژوهش قرار ندادند. مثلا یک نمونه این که افراد به دلیل وجود یک محصول متعالی‌تر به کلیساهای تبشیری کشیده می‌شوند. صفحه 30 پایان نقل قول. این مردم هستند که هزینه‌های سنگین کلیسا را متحمل می‌شوند و در قبال آن کلیسا با آنها پیمانی را منعقد می‌سازد که طی آن مراودات اعضا با خدا یا خدایان را پشتیبانی و نظارت نماید. رجوع شود به صفحه 103 از کتاب ایشان. استارک و فینکه جهت تبیین این موضوع به دقت کار کردند و فرض پیشران آنها گزاره 6 است. شروع نقل قول. انسان‌ها در مسیر تلاش برای رسیدن به وعده و پاداش برانند که از فراتبیعت جهت نیل به هدف خود بهره بگیرند و از آن استفاده کنند. پایان نقل قول. رجوع شود به صفحه 90 کتاب ایشان. برخی این مسیر را به تنهایی می‌پیمایند، ولی اکثریت بر این تصورند که نیازی به یاری دارند و این همان چیزی است که کلیسا ارائه می‌دهد. آیا کلیسا در عمل از فراتبیعت بهره می‌برد و به آن جهت می‌دهد؟ آیا استارک و فینکه باید حتما ادعا کنند که مراودات با خدا یا خدایان اتفاق می‌افتد؟ خیر، آنها به شدت تجاهلگرا و یا حداقل به قول خودشان در این مورد خاص تجاهلگرا هستند. اغلب یادآور این نکته می‌شوند که سرمایه‌گذاری در یک سهام که بعد از مدتی ارزشش بی اندازه بالا خواهد رفت، کار کاملا عقلانی به حساب می‌آید. در کتاب دیگری، یگانه خدای راستین، پیامدهای تاریخی یکتاپرستی سال 2001، استارک نقش مهندس انگاره را به خود می‌گیرد و طوری به مزایا و معایب آموزه مزبور می‌پردازد که گمان می‌رود ایشان یک مشاور تبلیغاتی بابت این موضوع است. کدام نوع از خدایان بیشترین جذابیت را دارند؟ این سؤالی است که او در صفحه 2 از کتاب خودش پرسیده. او در اینجا دو راهبرد را شناسایی می‌کند. خدا به عنوان ذات مشابه با ایده تلیچ که در آن خدا اساس کل هستی است، کاملا خارج از زوایای انسانی، خارج از مکان و زمان، انتزاعی، و خدا به عنوان یک وجود فراتبیعی، خدایی که به طور نمونه در لحظه دعاها را میشنود و به آنها پاسخ میدهد. بر طبق گفته استارک، تفاوت بین ایمانهای مذهبی که موجودات الهی را در خود در بر میگیرند و آنهایی که تنها به ذات یا جوهر الهی محدودند، عمیق‌ترین اختلاف نظر دینی به حساب میآید. به نظر وی معتقدان به جوهر الهی از دسته ناامیدان هستند، چون فقط موجودات قدسی هستند که توانایی انجام هر کاری را دارند. رجوع شود به صفحه 10. موجودات فراتبیعی آگاه فروشندگان بسیار بهتری هستند، چون فراتبیعت تنها منبع ممکن برای بسیاری از منافعی است که ما به دنبالشان هستیم. رجوع شود به صفحه 12 کتاب ایشان. پایان نقل قول. شروع نقل قول. مردم به خدایان اهمیت می‌دهند، چون اگر خدایان وجود داشته باشند، شرکای مراوداتی بالقوه‌ای خواهند بود که از منابع عظیمی برخوردارند. میلیاردها انسان هستند که یقین دارند که خدایان واقعاً وجود دارند و این یقین دقیقاً به این دلیل است که آنها باور دارند روابط و مراودات طولانی و رضایت بخشی با خدایان را تجربه کردند. صفحه 13 از کتاب ایشان. چون خدایان موجوداتی آگاه هستند.
خدایان شرکای بالقوه هستند، زیرا تصور بر این است که تمام موجودات به دنبال چیزی هستند که در قبالش بایستی چیز با ارزشی را بدهند. صفحه 15 از کتاب ایشان رجوع شود به پینوشت 9. پایان نقل قول. استارک اضافه می کند که یک خدای پدرانه پاسخگو می تواند به یک شریک بسیار جذاب مراوداتی تبدیل شود که بتوان برای افزایش منافع انسانی روی او حساب کرد. صفحه 21 از کتاب ایشان ضمناً اشاره می کند که خدایی که بدون وزنه مقابل یعنی شیطان باشد مفهومی ناپایدار است، مفهومی غیر عقلانی و معیوب. ولی چرا؟ چون در آن صورت فقط یک خدا با گستره بی نهایت باید مسئول همه چیز باشد، چه خیر و چه شر، و اگر اینطور باشد آن خدا به طرز وحشتناکی دمدمی مزاج است و نیات خود را به صورت غیر قابل پیشبینی و بیدلیل مداوما تغییر می‌دهد. رجوع شود به صفحه 24. مطالب فوق ذکر خیلی شبیه دلیل وجودی هستند که سازندگان شخصیت سوپرمن را بران داشت که در مقابل مرد پولادین پاشنه آشیل را نیز خلق کنند. اگر که قهرمان بیش از حد قوی باشد، هیچ قصه و هیجان و چیرگی بر شکست وجود نخواهد داشت. ولی برخلاف مفهوم پاشنه آشیل، مفهوم‌های خدا و شیطان دارای منطق سیال آزاد هستند و محصول مؤلف خاصی نیستند. شروع نقل قول. منظور من بیان این مطلب نیست که چنین تصویری از خدایان محصول خلاقیت خودآگاه انسان است. هیچ کسی ننشسته و تصمیم بگیرد که بیایید به خدای بزرگی باور بیاوریم و دور تا دور او را پر از موجودات کنیم و اینطور استنباط کنیم که یک موجود حقیر شر وجود دارد که میتوانیم او را به خاطر تمام بدیها سرزنش کنیم. به نظر میرسد این دیدگاه در طی زمان تکامل پیدا کرده است، چون از دل فرهنگ دینی در دسترس دیدگاه مذکور عقلانی ترین و رضایت بخش ترین نتیجه گیری ممکن است. رجوع شود به صفحات 25 الی 26 از کتاب ایشان. در ضمن نبایستی از پاورقی استارک در خصوص متن فوق ذکر غافل شویم. به همین نسبت من آمادگی انکار این مطلب را ندارم که این تکامل به خودی خود نشان دهنده ساختار رو به جلوی اکتشافی انسان در کشف حقیقت است. آورده شده از کتاب ایشان. آها، این کلید ماجراست. قصه از این بهتر نمیشه. این اتفاقات رخ میدهد که به حقیقت نزدیک شویم. آیا این یک خوششانسی است؟ شاید هم نه. آیا واقعا یک خدای خوب اینطور به همه چیز نظم و ترتیب داد؟ شاید، ولی این واقعیت که ملاحظات داستانی و روایی به راحتی جزئیات قصه را تعیین می کند، پاسخی بر این پرسش است که چرا جزئیات این چنین هستند که هستند، و در این صورت این روایت با گزاره سنتی حقیقت صادقانه خدا در رقابت خواهد بود. 4. خدایی که می توانید با او صحبت کنید. پاپ به طور سنتی در مراسم سالیانه عید پاک برای برقراری صلح دعا می کند و این واقعیت که دعای او هیچگاه هیچ تأثیری بر جلوگیری و یا پایان دادن به جنگ نداشته است، موجب نمی شود او از این کار صرف نظر کند. وقتی که پاپ می بیند کلام او همواره به درب بسته می خورد، چه چیزی در ذهن او می گذرد؟ آیا خدای او این فکر را در ذهن او نهاده است؟ آورده شده از اندی رونی، ارادتمند اندی رونی. صرف نظر از اینکه با توجه به معیارهای فعلی دیدگاهمان راجع به تجاهلگرایی اذعان شده توسط استارک چه باشد، مطمئناً در خصوص ضعف‌های اصلی مفهومات انتزاعی خدا حق با ایشان است. شروع نقل قول. چون ذات‌های قدسی ناتوان از انجام هر گونه مراوده‌ای هستند، لذا این ویژگی موجب ایجاد رازآلودگی آنها می‌گردد. ولی در عین حال بایستی توجه داشت که این موضوع موجب ایجاد پرسش مدبرانه‌ای نمی‌شود و بنابراین تلاش هم برای یافتن شرایط لازم برای هر گونه مراوده‌ای صورت نمی‌گیرد. رجوع شود به صفحه 16 از کتاب ایشان.
پایان نقل قول. چه کسی میتواند به خدایی که نمیتوان از او چیزی درخواست نمود وفادار بماند؟ و آن چیز حتما نباید یک مائده آسمانی غیر قابل پیش بینی باشد. اما فلیپس کمدین یک بار به این صورت به این مطلب اشاره کرد: وقتی که بچه بودم دعا می کردم که خدایا یه دوچرخه بهم بده، ولی بعداً فهمیدم که خدا به اون شکل عمل نمیکنه. بنابراین یه دوچرخه دزدیدم و سپس برای بخشش به درگاه خدا دعا کردم. و همانطور که استارک مشاهده نموده، پاداش‌ها همواره محدودند و برخی هم که کلاً نایاب. حداقل از طرق قراردادی در حال حاضر نایابند. آورده شده از صفحه 17 از کتاب ایشان. لذا یک مشکل بازاریابی برای ادیان این است که چطور مشتریان خود را طوری درگیر خود نمایند که صبر پیشه کنند. شروع نقل قول. بهبود بیماری سرطان در مقابل زندگی ابدی از مرتبه پایین‌تری برخوردار است. ولی شاید مهمترین وجه پاداش‌های دنیای دیگر این باشد که درک این پاداش‌ها به آینده موکول شده است. یعنی اغلب به بعد از مرگ موکول شده است. متعاقباً در تلاش برای رسیدن به پاداش‌های دنیای دیگر، انسان‌ها می‌پذیرند که مراوده‌ای بلند مدت با خدا داشته باشند. یعنی انسان‌ها اغلب تا زمان مرگ در طول یک دوره زمانی قابل توجه اقدام به پرداخت اقساط خود می‌نمایند. رجوع شود به صفحه 19 از کتاب ایشان، پایان نقل قول. چه کاری بایستی انجام شود تا مردم نسبت به پرداخت اقساط خود پایبند بمانند؟ به واسطه ارائه شواهدی دال بر بهره‌مندی و سود بردن خود فرد و یا سایرین در همین دنیا. مثلا درمانهای معجزه‌آمیز و باز شدن بخت و اقبال امری جا افتاده در میان افراد به حساب می آید. ولی حتی در غیاب این موارد هم ویژگی‌های الگویی وجود دارند که به خوبی توجیه اقتصادی دارند. جالبترین آنها اثر وارونگی قیمت است که توسط استارک و فینکه سال 2000 تشریح شده است. شروع نقل قول. پاسخ را می توانیم در علم اقتصاد پایه پیدا کنیم. در هر مراوده مالی قیمت یک سوی ماجراست و کیفیت در سوی دیگر و ترکیب این دو با هم حدود ارزش را خلق می کند. راز قدرت تشکل‌های دینی که کشش بالاتری دارند این است: با وجود اینکه پرخرج‌تر هستند از خلق ارزش بالاتری برخوردارند. به واقع علت توانایی آنها در این امر پرخرج بودن آنهاست. رجوع شود به صفحه 145 از کتاب ایشان. منظور از کشش میزان متمایز بودن، مجزا بودن و تفاوت یک تشکل دینی با دنیای بیرون است. صفحه 143 از کتاب ایشان. بنابراین در طیفی از کم به زیاد، کلیساهایی که به شکل غالب در میان عموم مردم جا افتادند دارای کشش کمتری هستند و در مقابل آن فرقه ها و دسته های خاص دارای کشش بیشتر. دین پرخرج به دینی اطلاق می شود که هزینه های تعلق مادی، اجتماعی و روانی به آن بالاست. منظور فقط هزینه زمانی و یا مبالغ اعانه‌ای که فرد بایستی متحمل شود نیست. تعلق ممکن است به قیمت از دست رفتن منزلت اجتماعی و یا تخریب آن منجر شود و در عمل به کاهش دغدغه و بهبود حال فرد نیز نینجامد. ولی بایستی در نظر داشت که هر چقدر پول بدهید همانقدر هم آش می‌خورید. برعکس کافران این شمایید که رستگار خواهید شد. شروع نقل قول. برای ایجاد انگیزه در درون خود از طریق ارزش دینی، فرد بایستی عرضه کننده‌ای با قیمت بالا را پیدا کند. تشکل‌های پرخرج دینی نه تنها محصول ارزشمند عرضه می‌کنند، بلکه در این راه سطوح مختلفی از تعهد را که برای حداکثر نمودن اعتماد به دین لازم است را نیز ایجاد می‌نمایند. افزایش اعتماد مزبور جهت مواردی همچون حقیقت آموزه‌های بنیادین آن دین، اثرمندی آداب آن و یقین به وعده‌های دنیای دیگر است. آورده شده از کتاب ایشان، صفحه 146 الی 47. پایان نقل قول. هر چقدر بیشتر در دینتان سرمایه گذاری کنید، بیشتر مجاب خواهید شد تا از سرمایه گذاری خودتان حفاظت کنید.
استارک و فینچه تنها نفراتی نیستند که متوجه شدند هزینه‌مند بودن گاهی اوقات توجیه اقتصادی مناسبی دارد. به طور مثال اقتصاددانان تکاملی از جمله ساموئل باولز و هربرت گینتیس سال 2001 و 1998 الگوهای ساختاری از جوامعی را ارائه نمودند که هنجارهای اجتماع خواه را رشد و پرورش دادند. منظور از این هنجارها همان خصیصه‌های فرهنگی شکل دهنده اعمالی هستند که بر روی حال و رفاه مردم تأثیر گذارند، ولی در این حال امکان قاعده‌مندی این خصیصه‌ها بدون انعقاد پیمانهای الزام آور بی‌هزینه وجود ندارد. آورده شده از کتاب ایشان صفحه 345 سال 2001. مدل‌های باولز و گینتیس نشان می‌دهد که تأثیرات اجتماع خواهی به دسترسی کم هزینه به اطلاعات در خصوص سایر اعضای تشکل، تمایل به برقراری تعامل با اعضای تشکل و اعمال محدودیت در ورود به تشکل و خروج از آن وابسته است. البته این مورد اخیر نکته است که استارک و فینکه به آن اشاره نمودند. رجوع شود به پینوشت 10. هزینه گزاف ورود و خروج به همان اندازه در حیات چنین تشکیلاتی پر اهمیت است که وجود غشا برای یک سلول. حفظ و نگهداری از خود هزینه بردار است. و لذا با تعیین دقیق مرزبندی بین من و دنیای بیرون در خصوص سلول و یا بین من و آنها در خصوص یک تشکل، انجام هزینه به شکل کارآمدتری خواهد بود. مطالعه صورت گرفته توسط باولز و گینتیس تنها به مثابه حمایت اصولی از برخی گزاره‌های مورد دفاع استارک و فینکه نیست، بلکه این مطالعه نشان می‌دهد که بیگانه هراسی تأسف‌انگیز موجود در تشکلات دینی پرکشش به طور اخص ویژگی دینی به حساب نمی‌آید. استدلال این دو پژوهشگر بر این است که بیگانه هراسی بهایی است که هر دسته و گروهی بایستی برای برخورداری از سطح بالای اعتماد و هماهنگی درون سازمانی آن را بپردازد و ضمناً اینکه شاید در آخر کار تصمیم بگیریم که این بهایی است که تمایل به پرداخت آن را داریم. شروع نقل قول. بدون اینکه بخواهیم حتی ذره‌ای خارج از سیر زمانی صحبت کرده باشیم، تصور می‌کنیم که در طی سالیان آتی تشکل‌ها نقش پررنگتری در همبستگی ساختارهای حکومتی ایفا می‌کنند. علت این پیشبینی از آن جهت است که شاید تشکل‌ها در آینده مدعی شوند که می‌توانند به برخی از مشکلات حکومتی که تابع راهکارهای بازار یا دولت نیستند بپردازند. آورده شده از باولز و گینتیس سال 2001 صفحه 364 از کتاب ایشان. امکان بکارگیری نظریه انتخاب عقلانی استارک و فینکه جهت بسیاری از روندها و ناهمخوانی‌های قابل مشاهده در میان مذاهب موجود در آمریکا هنوز اثبات نشده است و البته این رویکرد مخالفان سرسختی را هم به همراه دارد، ولی با این وجود مطالب مندرج ارزش پژوهش بیشتر را دارند. به طور مثال گزاره 76: حتی در مواقعی که رقابت محدود است، تشکلات دینی این قابلیت را دارند تا سطوح بالایی از مشارکت را ایجاد نمایند و این سطوح از مشارکت تا جایی پیش می روند که تشکلات دینی مزبور به عنوان بلندگوهای اصلی سازمان یافته برای ناسازگاری‌های اجتماعی نقش ایفا کنند. و عکس این موضوع نیز به این شکل میتواند اتفاق بیفتد که اگر تشکلات دینی به عنوان بلندگوهای ناسازگاری‌های اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار باشند، به همان نسبت نیز امکان ایجاد تعهد کمتری را خواهند داشت. رجوع شود به صفحه 202 از کتاب ایشان. به عبارت دیگر بایستی انتظار داشته باشید که در هر فرصتی تشکلات دینی وضعیت ناسازگاری اجتماعی را بدتر کنند و یا از آن به نفع خود بهره برداری نمایند، چون این راهی برای رونق کسب و کار است. این کار میتواند از نوع خوبش باشد: مقاومت کاتولیک‌های لهستان در مقابل کمونیسم و یا از نوع بد آن تنش پایان ناپذیر ایرلند. کسانی که می‌خواهند از ارزش این مطلب بکاهند خواهند گفت که ما خودمان نیز قبلا این موضوع را در خصوص دین می‌دانستیم، ولی این ادعا که این یک ویژگی نظاممند است که از سایر ویژگی‌ها نشأت می‌گیرد و با برخی ویژگی‌های دیگر به شکل پیش بینی پذیر در تعامل است،
اگر که صحت داشته باشد، در آن صورت واقعیتی خواهد بود که ما تمایل داریم آن را عمیقاً درک کنیم. به خصوص در آینده‌ای که با ناسازگاری‌های اجتماعی در تعامل خواهیم بود. وقتی که رهبران دینی و منتقدان آنها چه از درون و چه از بیرون دینشان انجام برخی بهبودها و اصلاحات را مد نظر قرار می‌دهند، چه بخواهند یا نخواهند، در عمل نقش مهندسان انگاره را بازی می‌کنند. یعنی در واقع با هدف دستیابی به نتایج قابل مشاهده، سنت به ارث رسیده را وصل پینه و ویرایش می‌نمایند. بر همین اساس برخی از بارزترین مشاهدات در کتاب استارک و فینکه همان نقدهای تند و تیزی بوده که با هدف اصلاحات خیرخواهانه انجام شده، ولی در عمل نتیجه عکس داده است. آیا در رابطه با دلیل اصلی کاهش دفعتی تمایل کاتولیک‌ها به انجام وظیفه در کلیسا از بعد از واتیکان دوم حق با استارک و فینکه است؟ شروع نقل قول. سابق بر این آموزه‌های کلیسای کاتولیک بر این منوال بود که کشیشان و مذهبیون، راهب‌ها و راهبه‌ها در درجه بالاتری از تقدس قرار داشتند. اکنون و با وجود سوگندهایی که یاد کردند، شبیه باقی مردم هستند. صفحه 117. مردم عوام و غیر روحانی بدون اینکه بخواهند بار تجرد و پاسخگویی مستقیم به سلسله مراتب کلیسا را به دوش بکشند، به برخی از امتیازات کشیشان دست پیدا کردند. بعد از تجدید تلاش‌های به عمل آمده در واتیکان دوم، دیگر کشیش بودن برای تعداد بسیاری پیشنهاد جذابی به نظر نمی رسید. رجوع شود به صفحه 185 از کتاب ایشان، پایان نقل قول. یا شاید آنها اشتباه می کنند. تنها راه رسیدن به جواب انجام پژوهش است. عدم دلپذیری یک مطلب دلیلی بر اشتباه بودن آن نیست و به همین نسبت موعظه‌های زاهدانه‌ای که در گذشته اغلب راهنمای اصلاحگران بوده، بایستی تایید، تکذیب و یا کنار گذاشته شوند. اشتباهات و گاف‌های ناشی از دیدگاه‌های ساده انگارانه ولو با نیت خیر، امکان بروز خطرات سنگینی را به همراه دارد. همانطور که در بحث‌های قبلی در خصوص آثار بویر، ویلسون و دیگران اشاره نمودم، من هیچ راهی را در قبال درستی و یا کامل بودن هیچ یک از این نگرش‌ها صادر نمی‌کنم. تنها کاری که من انجام می‌دهم ارائه مثال‌هایی است که می‌پندارم بایستی از حال به بعد آنها را جدی بگیریم. حال چه بخواهیم آنها به شدت یا به طور نسبی تکذیب شوند و یا اینکه به خاطر تأثیر عمیقشان بر فهم ما حسادت ورزانه آنها را مورد تایید قرار دهیم. در رابطه با دیدگاه پرتراوت و صادقانه استارک، من خودم به شخصه دچار شبهات و بدگمانی‌هایی هستم که البته وقتی به برخی از پیچیدگی‌هایی که او به راحتی آنها را کنار گذاشته برسیم، به آن بدگمانی‌ها اشاره خواهیم نمود. استارک و فینکه در نگارش خود و وقتی که کتاب دون کاپیت به نام بعد از خدا آینده دین سال 1997 را مورد هجمه قرار می‌دهند، به خوبی دیدگاه بنیادین خود را بیان می‌کنند. بیان آنها تأییدی بر وجود نوعی دین است که تمام خصوصیت‌ها و ردپاهای دنیای فراتبیعی از آن برچیده شده است. شروع نقل قول. ولی چرا دینی بدون خدا آینده‌ای برای خود داشته باشد؟ توصیه کاپیت ما را به یاد این مثال می‌اندازد. بازیکنان فوتبال در زمین مسابقه حیران هستند و توپی برای بازی وجود ندارد. ولی ما انتظار داریم مردم در صف خرید بلیت بمانند و بلیت تهیه کنند. اگر موجودات فراتبیعی وجود ندارند، پس نه معجزه‌ای وجود دارد و نه رستگاری. دعا بی‌معناست. 10 فرمان فقط یک حکمت باستانی است و دست آخر هم مرگ پایان همه چیز. در چنین حالتی فرد متعقل کاری با کلیسا ندارد و یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم فرد متعقل کاری با چنین کلیسایی ندارد. رجوع شود به صفحه 146 از کتاب ایشان، پایان نقل قول. عبارات مندرج از طرف استارک و فینکه بسیار تند به نظر می رسند. ولی این دو بایستی توجه داشته باشند که وقتی کاپیت و دیگران با وجود آگاهی نسبت به جذابیت‌های خدای معامله‌گر از وی روی برمیگردانند، حتما دلایل خود را برای چنین مقاومت طولانی مدتی داشتند. خواه آن دلایل را به زبان آورده باشند، خواه نیاورده باشند.
در خصوص دفاع از مسیر یا مسیرهای خدا به عنوان ذات چه میتوان بیان کرد؟ البته علت این که به مسیرهای خدا به عنوان ذات به جای مسیر خدا به عنوان ذات اشاره می‌کنیم آن است که راه‌های متعددی برای تصور خدا در واژه‌های غیر انسانوار وجود دارد. به نظر من کلید این پرسش را می‌توان در برخی از مشاهدات استارک و فینکه یافت. شروع نقل قول. با توجه به این واقعیت که دین کالایی پرخطر است و افراد این امکان را دارند که با انفعال دینی جریان دستیابی به منافع سهل الوصول را تسریع کنند، لذا نامحتمل به نظر می رسد که جمع گرایی و بازاریابی مشتاقانه بتواند به چیزی شبیه موقعیت نفوذ به بازار دست پیدا کند. میزان آن دسته از آمریکایی هایی که عملاً به پیروان یک کلیسای معین تعلق داشتند در مقابل آن دسته که وقتی این سوال از آنها پرسیده شده فقط اشاره به تمایل مذهبی خود نمودند، به مقدار 65% در دهه‌های اخیر معلق مانده و تغییر خاصی در آن مشاهده نشده است. این آمار نشان دهنده آن است که حتی برای چرخه‌های بزرگ و قابل توجه اقتصادی دین نیز تمایل چندانی وجود نداشته است. رجوع شود به صفحه 257 از کتاب ایشان، پایان نقل قول. تلاش برای آموختن بیشتر در مورد آن 35% که با کلیسا جور در نمی آیند و یا آن تعداد از افرادی که همچنان به کلیسا می روند ولی با کشیش بالا و پرهزینه‌ای که استارک و فینکه به آن علاقه‌مندند جور در نمی آیند جالب خواهد بود. این گونه افراد در همه جای دنیا هستند و بر طبق اعلام استارک و فینکه ادیان بی خدایی نیز وجود دارد، ولی گستری آنها به عده بسیار خاصی از اجتماع محدود می شود. نمود این مسئله را می توانیم در اقشار خاص مثل مکتب بودا، تائو و کنفوسیوس ببینیم. صفحه 290 کتاب ایشان. جذابیت‌های یگانگی خدا به جای تثلیث، نظام اسقفی در کلیسا و یهودیت سازمان یافته صرفاً مختص به سنن ادیان ابراهیمی نیستند و اگر خواص متوجه شوند که نمیتوانند خود را مجاب کنند که مراوده‌های طولانی و رضایت بخشی را با خدا تجربه کردند، پس چرا اصلاً روی چیزی که نامش را دین میگذارند پافشاری میکنند؟ فصل 7. در برخی الگوهای اقتصادی میل ذاتی انسان به پیوستن به گروه و تشکل از آنچه که به ظاهر به نظر میرسد کمتر دیده شده و اگر هم دیده شده آن دیدگاه خیلی محتاطانه بوده است. همچنین در زمان پرداخت به این موضوع بایستی توجه داشت که این خصیصه انسانی از غریزه گله‌گرایی برخی از جانوران پیچیده تر است. آنچه که نمای کلی را پیچیده می کند فرهنگ و زبان است. در این حال چشمانداز انگاره‌ها این اجازه را به ما می‌دهد تا چگونگی تأثیرپذیری پدیده‌های سرسپردگی انسانی را از طریق ترکیبی از منطق سیال آزاد و منطق‌های آگاهانه و مهار شده درک نماییم. پس جهت ادامه روند پژوهشیمان بایستی پذیرا باشیم که تسلیم به یک دین لزوما نبایستی به عنوان یک تصمیم اقتصادی عامدانه تلقی شود، ولی در عین حال بایستی قدرت تحلیلی و آینده نگرانی این دیدگاه که ادیان را به عنوان نظام‌های طراحی شده می‌بیند که در یک بازار مکاره پر جنب و جوش در رقابت برای جذب پیروان با نیازها و ذائقه‌های مختلف هستند را باید در نظر داشته باشیم. بخش 8. کارگزاری نظرات دینی منجر به ایجاد یک پدیده قدرتمند می شود. باور به باور. این پدیده موجب تغییر ماهوی و شدید محتوای باورهای لایه‌های اصولی و بنیادین می گردد و لذا پژوهش عقل مدارانه درباره آنها را اگر غیر ممکن نسازد حداقل دشوار می نماید. بخش 8. باور به باور. 1. بهتر است باورش کنید. تصور می کنم این که می خواهم به خدا باور بیاورم صرف نظر از اینکه مطمئن باشم یا نباشم مورد تکریم خداست. از طرف یک مخبر ناشناس، نقل قول توسط آلن وولف، دگرگونی دین آمریکایی. اثبات این که شیطان وجود دارد، عمل می کند و موفق می شود دقیقاً به این خاطر است که دیگر به او باور نداریم. دنیس دروژمان، سهم شیطان.
در پایان بخش اول قول دادم که به پرسش هیوم در کتاب گفتگوهایی در خصوص دین طبیعی بازگردم. پرسش این بود که آیا ما از دلایل خوبی برای باور به خدا برخوردار هستیم یا خیر؟ و لذا در این بخش به این موضوع خواهم پرداخت. برای انجام این پژوهش بخش‌های قبلی نه تنها شالوده جدیدی را برای ما فراهم نمودند، بلکه مسائلی را هویدا کردند که بایستی قبل از هر گونه تقابل مؤثر توحید و الحاد به آنها بپردازیم. وقتی نیاکان ما نسبت به باورهای خودشان به فکر فرو رفتند یا بیش از حد به فکر فرو رفتند و خودشان را به مقام کارگزاران باورهایی که مهم تلقی می نمودند نسب کردند، پدیده باور به باور به نوبه خود به یک نیروی برجسته اجتماعی بدل گردید و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی گهگاهی پدیده‌های پایین دست خود را نیز تحت شعاع قرار می‌داد. در اینجا به چند نمونه آشکار امروزی آن اشاره می‌نماییم. چون بسیاری از ما به دموکراسی باور داریم و تشخیص می‌دهیم که امنیت دموکراسی در آینده به شدت بر حفظ باور به دموکراسی استوار است، تمایل داریم تا جمله معروف وینستون چرچیل را نقل قول و پیاپی نقل قول کنیم. دموکراسی بدترین الگوی حکومتداری است. فقط مسئله اینجاست که تمام طرق دیگر حکومتداری قبل از آن امتحان شدند. در ردای کارگزاران دموکراسی اغلب دچار تضاد می‌شویم. از یک سو مایلیم به ایراداتی که بایستی برطرف شوند اشاره کنیم و از سوی دیگر مایلیم تا به مردم این اطمینان خاطر را بدهیم که این ایرادات آنقدرها هم بد نیستند و دموکراسی خودش میتواند پاسبان خودش باشد و لذا ایمان داشتن به آن اشتباه نیست. همین نکته را میتوان درباره علم نیز مطرح نمود، به این دلیل که باور به تمامیت مراحل علمی تقریباً به اندازه خود تمامیت مهم است. لذا همواره بین خبررسان علمی و مقامات علمی تضاد وجود دارد. این مطلب حتی در مواقعی که به اشتباه یک دستاورد دغل‌کارانه علمی مورد تکریم و گرامی داشت قرار می‌گیرد نیز صادق است. آیا جماعت علمی باید بی سر و صدا کار نابجا و اهانت‌آمیز را مردود اعلام کنند و در خفا فرد مرتکب جرم را اخراج نمایند و یا اینکه عالم و آدم از موضوع خبردار شوند؟ رجوع شود به پینوشت 1 و قطع به یقین برخی از تمایلات شدید به اطلاع از جزئیات مراسم دادگاهی افراد مشهور را بایستی از طریق این واقعیت توضیح داد که باور به حاکمیت قانون به عنوان یک عامل حیاتی در جامعه ما تلقی می گردد. و بنابراین اگر مشاهده کنیم که افراد مشهور فراتر از قانون هستند، این موضوع باعث به خطر افتادن حاکمیت قانون می گردد. بنابراین ما نه تنها به خود آن دادگاهی علاقه‌مندیم، بلکه به واکنش‌های عمومی به آن نیز علاقه داریم و به همین نسبت به واکنش‌های نسبت به آن واکنش‌های اولیه و در نهایت این روند یک فرم مخروطی فزاینده از پوشش خبری رسانه‌ای را خلق خواهند نمود. آن دسته از ما که تحت لوای دموکراسی زندگی می‌کنیم به نوعی و البته با نیات خیرخواهانه در اقدام جهت نظرسنجی افکار عمومی راجع به هر موضوعی دچار اعتیاد شدیم. در دموکراسی واقعاً مهم است که بدانیم مردم به چه چیز باور دارند. اگر به طور مثال قشر عموم در اثر شنیدن اخبار فساد و یا شکنجه زندانیان توسط ایادی ما دچار خشم جمعی طولانی مدت نشوند، پس در آن صورت تعادل دموکراتیک جامعه ما دچار مشکل شده است. برنده جایزه نوبل اقتصاد آرماتیا سن در کتاب امیدوارانه‌اش تحت عنوان توسعه به عنوان آزادی 1999 و همچنین در منابع دیگر خصوصاً به سن 2003 مراجعه نمایید، به این نکته مهم اشاره می کند که برای رسیدن به اهداف سیاسیتان حتما نیازی به پیروزی در انتخابات ندارید. حتی در دموکراسی‌های شکننده آنچه که رهبران در خصوص باورهای حاکم در کشورشان به آن باور دارند بر روی گزینه‌های واقع گرایانه آنها تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین حفظ و حراست از باور به نوبه خودش هدف سیاسی مهمی به شمار می آید. حتی به زعم خیلی مهمتر از باورهای سیاسی آن چیزی است که نامش را باورهای فرامادی می‌گذاریم. به دلایل بدیهی پوچگرایی به نظر بسیاری از افراد یک ویروس عمیقاً خطرناک به حساب می‌آید. وقتی فردریش نیچه برای اولین بار به ایده باز تکرار ابدی دست پیدا کرد،
نیچه فکر می‌کرد که موفق به اثبات این موضوع شده که ما به دفعات لایتناهی در این دنیا زندگی می‌کنیم. بر اساس برخی روایت‌ها تمایلش بر این بود تا بدون پرده برداری از اثبات این موضوع دست به خودکشی بزند تا حداقل بقیه از شر این باور ویران کننده زندگی در امان بمانند. پینوشت 2. در نتیجه باور به این باور که چیزی مهم به شمار می آید به شکل قابل درکی قوی و فراگیر نیز هست. به همین دلیل باور داشتن به اختیار یکی دیگر از دیدگاه‌های مورد حراست است و لذا پژوهش افرادی که به زعم مخالفین باور مزبور را با خطر مواجه می کنند گاهی اوقات عمدن سوء تعبیر می گردد تا از این طریق آنچه که روند خطرناک پنداشته می شود بی اعتبار گردد. دنت سال 2003. پول دیویس فیزیکدان سال 2004 اخیراً از این دیدگاه دفاع نموده که باور داشتن به اختیار به قدری مهم است که شاید آن را تخیلی که ارزش حفظ کردن دارد تفسیر کنیم. جالب است که به نظر نمی رسد که اصلا دیویس به این موضوع فکر کرده باشد که کشف وی درباره آن حقیقت تلخ، آن چیزی که او حقیقت تلخ می پندارد، شخص او را به لحاظ اخلاقی منفعل می سازد. ولی در این حال باور دارد که سایرین که از او شکننده تر و آسیب پذیرتر هستند بایستی از این حقیقت در امان بمانند. حامل نادان و یا بی توجه یک خبر خوب یا بد بودن یک چیز است. قهرمان خودخوانده یک انگاره بودن کاملا چیز دیگری است. به محض اینکه افراد خود را به ایده ها متعهد می نمایند، چه به شکل عمومی و چه فقط در دل خودشان، یک جریان عجیب شروع به شکل گیری می نماید. به این صورت که تعهد اصلی اولیه در لایه‌های مرواری متعددی از واکنش‌های دفاعی و فراواکنش‌های وابسته به آن محفوظ می گردد. طبق گفته جورج آینسلی روانکاو در کتاب مثال زدنی ایشان فروپاشی اختیار سال 2001 صفحه 88 قواعد شخصی سازوکارهایی تکرار شونده هستند و به صورت پیوسته ضرباهنگ خود را دنبال می کنند و اگر احساس شود که ضرباهنگ دچار تزلزل شده خود همین نکته باعث تشدید تزلزل می گردد. ایشان جریان این فرایندها را در قالب تعهدات راهبردی رقیبی توصیف می کنند که بر سر سلطه بر یک تشکل یا یک فرد با یکدیگر در کشمکش هستند. وقتی با مجموعه‌ای از قواعد آشکار شروع به زندگی می نمایید، خطرات افزایش پیدا خواهند نمود. وقتی که دچار لغزش می شوید، بایستی چه کاری انجام دهید؟ خودتان را مجازات می کنید؟ خودتان را می بخشید؟ یا طوری وانمود می کنید که انگار متوجه نشده اید؟ شروع نقل قول. بعد از رخ دادن یک لغزش، کشوری که تهدید نموده تحت شرایطی خاص که در آن زمان رخ داده وارد جنگ می شود، نفع بلند مدتش در اتخاذ موضعی خجالت آور خواهد بود. کشور مزبور می خواهد بدون اینکه اعتبار تهدیدش خدشه‌دار شود از جنگ پرهیز کند و بنابراین ممکن است به دنبال راههایی باشد که انگار شرایط و لغزش مزبور را به درستی تشخیص نداده است. لذا به طور مثال اگر متوجه شوید که در حال نادیده انگاشتن لغزشی هستید، در آن صورت نفع بلند مدت شما تحت شعاع قرار خواهد گرفت. ولی اگر به خودتان بقبولانید که متوجه لغزش نشده اید، موضوع فرق خواهد کرد. البته این قبولانیدن هم بایستی به شکلی پیش برود که حس نشود. مفهوم این مطلب این است که فرایند موفقیت آمیز نادیده انگاشتن بایستی در میان مصلحت‌های ذهنی قرار داشته باشد که از طریق آزمون و خطا حاصل شدند. در واقع یعنی این فرایند بایستی از طریق ابزارهای مصلحت اندیشانه‌ای که نزد خود دارید شکل بگیرد، چون این ابزار باعث می شوند احساس خوبی داشته باشید، ولی البته خودتان نمیدانید چرا. آورده شده از صفحه 150 کتاب ایشان پایان نقل قول.
این نظر که اسطوره‌ها و افسانه‌هایی وجود دارند که با آنها زندگی خود را سپری می‌کنیم، اسطوره‌هایی که تحت هیچ شرایطی نبایستی مورد خدشه قرار بگیرند، همواره با آرمان حقیقتیابی و حقیقتگویی ما در تضاد هستند و گهگاه نیز نتایج اسفناکی را به بار می‌آورد. به طور مثال، نژاد پرستی بعد از مدت‌های مدید به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی در همه جا در نظر گرفته می‌شد و لذا بسیاری از انسان‌های متفکر به این نتیجه رسیدند که باور ثانویه حاصل از این فرایند را مورد تایید قرار دهند. باوری که تأکید دارد باور به برابری انسان‌ها صرف نظر از نژادشان بایستی قویاً مورد حمایت قرار بگیرد. ولی چقدر قوی؟ اینجاست که افراد خوشنیت دچار تفاوت‌های بسیاری می‌شوند. برخی بر این باورند که باور به تفاوت‌های نژادی به قدری زیانبار است که وقتی حتی اگر هم واقعاً درست باشد، بایستی این نوع طرز فکر را سرکوب کرد. به طور مثال داده‌های روشن پزشکی درباره قابلیت متنوع قومیت‌های مختلف و واکنش‌های متفاوت آنها به بیماری‌های یکسان و یا واکنش‌های متفاوت این قومیت‌ها به انواع دارو وجود دارد، ولی با این وجود به زعم برخی محققان و همچنین افرادی که مخالف انجام این پژوهش‌ها هستند، چنین داده‌هایی عبور از خط قرمز به حساب می‌آید. این نوع نگرش موجب اثر ضلالتباری می شود، چون قویاً تأکید دارد که برخی جریانات علمی تحقیقی به عمد کنار گذاشته می شوند و البته که این کار بیشتر به ضرر سلامتی همان قومیت‌های خواهد بود که در این پژوهش به نوعی دخیل هستند. رجوع شود به پینوشت 3. حفظ و حفاظت راهبردی باور در بسیاری از آداب و رسوم مورد اکرام انسانی به وسیله آینسلی مورد تحلیل قرار گرفته است. شروع نقل قول. اگر به صورت کمی به برخی فعالیت‌ها بپردازیم و یا به روی آنها حساب ویژه باز کنیم، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند. لذا جهت حفظ ارزش آنها باید رویکرد ما به این گونه فعالیت‌ها به شکلی غیر مستقیم باشد. به طور نمونه عشقی که به خاطر رابطه جنسی یا دوست داشته شدن باشد، عملی عاری از شعور تلقی می شود. مشابه این حالت در شغل‌های پولساز که صرفاً برای پول به آنها پرداخته می شود و یا هنرهای نمایشی که صرفاً به جهت تأثیرشان بر روی مخاطب اجرا می گردند نیز وجود دارد. آگاهی بیش از حد نسبت به رخدادهای قریب الوقوع انگیزشی در خصوص رابطه جنسی، محبت، پول و تشویق لذت مورد انتظار را از بین میبرد و افرادی را که درگیر هستند از حالتی خیالگونه بیرون میآورد. باور به گرانقدری ذاتی این باورها بیش از اینکه این باورها به چه میزان صحیح هستند ارزش دارد، زیرا آن چیزی که باعث تقویت حالت غیر مستقیم در آنها می شود همان گرانقدری ذاتی آنهاست. آورده شده از کتاب ایشان در نوبت چاپ، پایان نقل قول. با وجود اینکه موضوع باور به باور فقط محدود به دین نیست، ولی در هیچ جایی به اندازه حوزه دین این مسئله پرشاخ و برگ و مبسوط نیست. گمان آینسلی بر این است که این موضوع توضیحی بر برخی تابوهای معرفتی گیج کننده در دین دارد. شروع نقل قول. فرق نمی کند مبلغ دینی باشید یا یک پیشگو. در هر دو صورت ارتباط شهودی به نوعی از سحر و آینده بینی نیازمند است. این موضوع در خصوص رویکردهایی که به دنبال نوعی همدلی و یگانگی با خدای خودشان هستند نیز بسیار صادق است. برخی از ادیان تلاش برای ملموس نمودن خدا از طریق رسم تصویر او را منع می‌نمایند، ضمن آنکه یهودیت ارتدوکس کلاً به نام آوردن اسم خدا را ممنوع می‌داند. در نتیجه انتظار بر این است که تجربه حضور خدا نه در قالب دعا و نیایش بلکه در قالب دعوتی باشد که شاید او بپذیرد یا نپذیرد. آورده شده از کتاب ایشان سال 2001 صفحه 192. پایان نقل قول. وقتی افراد متوجه می شوند که دیگر به خدا باور ندارند چه کار می کنند؟ برخی کار خاصی انجام نمی دهند. دیگر به اماکن مذهبی خود نمی روند و حتی با عزیزان خود نیز این موضوع را در میان نمی گذارند. بدون سر و صدا و به همان شکلی که قبلا به شکل اخلاقی یا غیر اخلاقی زندگی می کردند همچنان به زندگی خود ادامه می دهند.
سایرین و از آن جمله شخصی مثل دون کاپیت، نویسنده پس از خدا آینده دین، احساس نیاز می کنند که به طور وسیعی به دنبال آیین دینی بگردند که بتوانند صادقانه آن را مورد تایید قرار دهند. این دست از افراد باور محکمی دارند که باور به خدا چیزی است که بایستی آن را حفظ کرد. بنابراین با وجود اینکه مفهومات سنتی راجع به خدا را به شدت غیر قابل باور می‌یابند، پا پس نمی‌کشند. در عوض به دنبال یک جایگزین هستند و این جستجو لزوماً نباید خودآگاه و عامدانه باشد. افراد بدون اینکه هرگز واقعاً آگاه باشند که آرمان مورد علاقه آنها در سایه خطر قرار دارد، ممکن است از یک تهدید بی‌نام و نشان در هراس باشند. حسی در حال غرق شدن، از دست رفتن یقین، تهدیدی حس شده ولی به زبان نیامده که بایستی قویاً با آن برخورد نمود. چنین شرایطی این افراد را در موقعیت ذهنی ویژه‌ای قرار می‌دهد، به طوری که نسبت به هر گونه تأکید جدید به روی باورها که درست و درخور به نظر برسد بسیار گیرا و پذیرنده خواهند بود. مثل تولید سوسیس و یا امور قانون نویسی در یک دموکراسی، مشاهده در بازنگری مذهبی از فاصله نزدیک آزاردهنده است. لذا تعجبی ندارد که حاله سحر و رازآلودگی با وقار تمام روی آن را در بر بگیرد. در رابطه با فرایندهای تاریخی که از طریق آنها آیین‌های چند خدایی به آیین تک خدایی تبدیل گردیدند، مطالب بسیاری در طول قرنها به رشته تحریر درآمده است. ولی آنچه که به آن کمتر پرداخته شده این است که چگونه باور به خدای یگانه به نیروهای باور به باور خدا ملحق گردید تا بتواند مفهوم خدای یگانه در ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام را از انسانوار بودن مطلق به سوی مفهومات غیر شخصی تر و انتزاعی تر سوق دهد. جذابیت مطلب فوق ذکر را میتوان از طریق مقایسه آن با سایر تغییرات و جابجایی‌های مفهومی همان دوره زمانی نشان داد. قطع به یقین مفهومات بنیادین قابل تغییر در گذر زمان هستند. به طور مثال مفهوم ماده از روزگار اتم شناسان یونان باستان تا امروز تغییرات شگرفی داشته است. به لطف وجود ساعت، تلسکوپ، اینشتین و غیره، ادراکات علمی امروز ما از زمان و مکان از ادراکات آن دوره بسیار متفاوت است. برخی از تاریخدانان و فلاسفه بر این استدلال هستند که این تغییرات آنطور هم که به نظر میرسند تدریجی نیستند. در واقع این دگرگونی‌ها بسیار هم ناگهانی هستند، آنقدر شدید و به یک باره که به نوعی قبل و بعد این مفهومات اصلاً متناسب و قابل سنجش در قیاس با یکدیگر نمی باشند. پینوشت 4. همانطور که برخی ادعا نمودند، آیا عملاً هیچ کدام از این بازنگری‌های مفهومی آنقدر متحول شدند که تحول آنها موجب شود تا برقراری ارتباط در میان نسل‌ها غیر ممکن گردد؟ اثبات این ادعا دشوار است، چون به وضوح ما قادر هستیم جدولی دقیق از تغییرات به شکل جزئی را ترسیم کنیم و تمام آنها را در گذر زمان مورد تحلیل قرار دهیم. خصوصاً دلیلی وجود ندارد که باور کنیم درک امروزه ما از مفهومات مکان و زمان به نوعی برای اسکندر مقدونی و یا اریستوفانیس عجیب و غریب بوده است. مثلا برای اینکه به آنها راجع به امروز، فردا و سال گذشته و یا هزاران یارد یا گام از آتن تا بغداد صحبت کنیم، مشکل خیلی عدیده‌ای نمی داشتیم. ولی اگر که می‌خواستیم با مردمان باستان راجع به خدا صحبت کنیم، شکاف عمیق‌تری را بینمان احساس می‌کردیم. هیچ مفهوم دیگری که به این اندازه دچار تغییر شده باشد به ذهن من نمی‌رسد. انگار که مفهوم شیر برای آنها به مفهوم سلامتی برای ما تغییر پیدا کرده و یا مفهوم آتش برای آنها به مفهوم انرژی برای ما تبدیل شده است. شما در عمل نمی‌توانید سلامتی را بنوشید و یا در عمل انرژی را خاموش کنید و امروز بر حسب نظر بسیاری ولی نه کل باورمندان نمی‌توانید در عمل به کلام خدا گوش دهید و یا در عمل کنار او بنشینید. ولی در این حال همه اینها از منظر یکتاپرستان نخستین عجیب به نظر می‌رسند. خدای جهووا یا یهوه در عهد عتیق قطعاً به مثابه سوپرمن امروزی بوده است.
او که حتی جنسیتش مذکر بوده و نه مؤنث، از این امکان برخوردار بوده که در جنگ‌ها جانبداری نماید و یا حسود و یا خشمگین گردد. خدای عهد جدید نیز بخشنده‌تر و مهربانتر است، ولی همچنان یک پدر است، نه یک مادر و نه یک نیروی بی‌جنسیت. ضمناً نیازی به اشاره نیست که این پدر از طریق فرزند معجزه‌گر خود در این دنیا مشغول به کار است. شخصی که بی‌جنسیت و عاری از کالبد باشد و با این وجود در لحظه به نیایش‌ها پاسخ بدهد، همان موجود فراطبیعی آگاه استارک، همچنان برای خیلی‌ها انسانوار به نظر می‌رسد و لذا این دسته ترجیح می‌دهند از قدرتی متعالی‌تر صحبت کنند. ذات مورد اشاره توسط استارک که خصیصه‌هایش فراتر از حد تصور است و البته مطلب مندرج جدای از این واقعیت این است که این خصیصه‌ها به طرقی غیر قابل درک خیر هستند و نه شر. رجوع شود به پینوشت 5. آیا این قدرت متعالی از هوش خلاق برخوردار است؟ به چه صورت؟ آیا این قدرت متعالی نه مذکر و نه مؤنث به ما اهمیت می‌دهد؟ اصلاً به چه چیزی اهمیت می‌دهد؟ این چنین است که حاله سحر و رازآلودگی به روی تمام ویژگی‌های انسانواری که به شکل بدیهی و آشکار کنار گذاشته نشدند به آرامی می‌نشیند. و البته عمل دیگری نیز به جهت سازگاری به روی مفهوم فوق ذکر پیاده شده است. پرسش راجع به این مسئله بی‌ادبی است. اگر پافشاری کنید پاسخی شبیه به این جملات دریافت خواهید نمود. شروع نقل قول: وقتی که شما در تاریکی مرتکب گناهی می شوید، خداوند شما را می بیند. ولی ای فرد بی‌ادب، خداوند که پلک ندارد که پلک بزند و حتی در مواقعی که مراقب هستی با خودت حرف نزنی، البته که می تواند ذهن تو را بخواند و همچنین ترجیح می دهد تو با برزبان جاری نمودن کلمات با او راز و نیاز کنی و از من نپرس چرا و چگونه. این رازهایی است که ما انسان‌های میرای محدود هرگز نخواهیم فهمید. پایان نقل قول. پیروان کل ادیان آموختند که چنین پرسش‌هایی اهانت‌آمیز و تضعیف کننده ایمان آنهاست و در واقع تلاشی در جهت به تمسخر گرفتن دیدگاه ایمان مدار آنها به حساب می آید. این ویروس عجب غربال محافظ خوبی را ارائه می دهد. با این روش تصویر آنتیبادی های شکاکیت مدام بر روی صفحه نمایشگر می افتد. ولی اگر همیشه هم به این صورت نیست، چون وقتی شکاکیت تهدید کننده می شود، تمهیدات قاطع تری درباره آن اتخاذ می گردد. یکی از تأثیرگذارترین این تمهیدات بدیهی ترین آنهاست. همان دروغ شیطانی قدیمی، اصطلاحی برگرفته از دروژمون 1944. اشاره او به گرایش عرفی پدر دروغ‌ها در جهت نمایان شدن به عنوان متضاد خودش است. این کار در عمل شبیه حقه آینه هاست و در واقع شبیه اکثر شعبده بازی های خوب آنقدر ساده است که تصور اینکه موفقیت آمیز باشد دشوار خواهد بود. شعبده بازان تازه کار اغلب بایستی برای انجام حقه های خود برای اولین بار در حضور جمع ممارست طاقت فرسایی به خرج دهند. به نظر نمیرسد تماشاچیان فریب این چیزها را بخورند، ولی میخورند. اگر قرار بود من یک دین آبکی طراحی کنم، مطمئناً از این گوهر گرانقدر استفاده میکردم. ولی حتی بیان کردنش هم با حالت جدی و به دور از این که خنده‌ام بگیرد برایم سخت است. اگر کسی احیانا درباره دینمان پرسشی یا اعتراضی را مطرح نمود که قادر به پاسخگویی به آن نیستید، آن شخص قریب به یقین خود شیطان است. در واقع هر چقدر فرد مزبور عقل مدارتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شما را درگیر یک بحث روشنفکرانه و مطلوب نماید و لذا شما مطمئن‌تر خواهید شد که در حال گفتگو با شیطان مستتر هستید. روی برگردانید، گوش فرا ندهید، این یک دام است. آنچه در مورد این ترفند جالب این است که این کار به نوعی شبیه بازی با یک ورق خاص به شکل کاملا تصادفی و غیر کنترل شده است. آنقدر به لحاظ محتوایی دچار کمبود است که هر گونه فرقه، آیین و دسیسه‌ای میتواند از آن در جهت منافع خودش بهره ببرد.
به هسته‌های کمونیستی اخطار داده می شود که هر گونه نقدی که با آن مواجه می شوند تقریباً مطمئناً کار نفوذی‌های FBI است و به همین نسبت گروه‌های افراطی مباحث فمینیستی هر گونه نقد غیر قابل پاسخی را با انگ اظهارات بی اساس مذکر محور رو به گسترش یک ابله شستشوی مغزی شده مرد سالار اهریمنی جواب می‌دهند. این عامل تقویت کننده وفاداری چند منظوره نوعی توهم ممزوج شده در یک قرص است که اگر نتواند منتقدان را ساکت کند حداقل بی صدایشان می کند. آیا کسی این انگاره درخشان را ابداع کرده یا این خود انگاره‌ای وحشی بوده که با اتصال خودش به هر انگاره‌ای که در پیرامون او به دنبال میزبان می‌گشته خود را اهلی نموده است؟ کسی نمی‌داند، ولی هرچی که هست در حال حاضر برای استفاده در دسترس همگان است. اگر که این کتاب در هدف خود به موفقیتی دست پیدا کند و موجب شود تا مردم به ماهیت اصلی مطلب مندرج پی ببرند، پس در نتیجه بایستی خطر واگیری این ویروس از بین برود. البته فعالیت مشتاقانه جمع دانشگاهی در رشته الهیات با هدف بحث و تحقیق در خصوص شکاکیت‌های مداوم مطروحه واکنش ملایم‌تر و سازنده‌تر دیگری در همین زمینه تلقی می‌شود. این گروه به شکل محترمانه‌ای اقدام به بررسی خوانش‌های ممکن از انواع مذاهب می‌کنند. این ممارست و کوشش بی‌آلایش موجب قلقلک شکاکیت دسته معدودی از این افراد می‌شود که در بچگی احساس خوبی درباره آموزش مذاهب نداشتند و البته که سایرین نسبت به چنین کوششی از سوی طیف دانشگاهی رشته الهیات بی‌تفاوت هستند. اکثر مردم ضرورتی نمی‌بینند که جزئیات گزاره‌های دینی که مدعیان هستند را مورد موشکافی قرار دهند. اینطور بیان می‌شود که رازآلودگی بر انواع مفهومات ادراک شده از خدا سایه افکنده است، ولی بایستی توجه داشت که در فرایند دگرگونی ماهوی هیچ چیز رازآلودی وجود ندارد. این واقعیت بر همه روشن است و لذا از آن روست که این نکته مهم توسط نسل‌های متعدد از کارگزاران توصیه شده و اغلب نیز مورد نکوهش قرار گرفته است. پس چرا این کارگزاران در گذر زمان اصطلاحات جدیدی برای مفهومات اصلاح شده ابداع نمی کنند؟ هرچی که باشد ما اصراری بر استفاده از اصطلاحات منسوخ شده پزشکی مثل اخلاط مزاج و سکته ناقص نداریم و یا حتما تأکید نمی‌ورزیم که در علم فیزیک و شیمی معاصر چیزی را بیابیم که بخواهیم نام مایع آتش بر روی آن بگذاریم. یا هیچ کسی ادعا نمی‌کند که ما هویت عامل حیات، ترکیب سری که موجودات زنده را از ماده محض متمایز می‌سازد را کشف کرده‌ایم. پاسخ DNA است. حیاتگرایان درک صحیحی از آن نداشتند ولی می‌دانستند که یک چیزی باید باشد. چرا افراد اصرار می‌ورزند که قدرت متعالی که به آن باور دارند را حتما خدا بنامند؟ پاسخ روشن است. باورمندان به باور به خدا متوجه شدند که ادامه روند ادعاهایشان متکی بر ادامه روند فهرست اصطلاحات و واژگان قدیمی است. برند وفاداری یا سرسپردگی ویژگی است که آنقدر ارزشمند به حساب می‌آید که هر گونه دستکاری آن عملی احمقانه به شمار می‌آید. پس با این تفاسیر هر وقت که در حال وصل پینه دین خودت بودی، هر گونه اصلاحات دیگری که می‌خواهی نهادینه کنی به کنار، ولی سعی نکن کلمه خدا، جهووا، تئوس، دئوس، قادر مطلق، پدر ما، الله را با چیز دیگری جایگزین کنی. رجوع شود به پینوشت 6. در آغاز فقط آن کلام بود. باید اذعان کنم که این کار با پیروی از یک الگوی مشخص به خوبی جواب داده است. حدوداً برای هزاران سال ما پذیرای خیلی عظیمی از مفهوم‌های روشنفکرانه و غیر انسانوار مفهومات خدا بودیم که همگی آنها کم و بیش به صورت مسالمت‌آمیز در ذهن باورمندان همزیستی داشتند. چون هر کسی نسخه خودش را خدا می‌نامد، پس چیزی وجود دارد که همه ما می‌توانیم درباره‌اش اجماع داشته باشیم. همه ما به خدا باور داریم. ما خدا ناباور نیستیم. ولی البته که به این خوبی هم نیست. اگر خانم لوسی باور داشته باشد که باید برای راک هاتسون بازیگر آمریکایی که مرده است و خانم دسی باور داشته باشند که باید برای راک که آن هم مرده است، پس این دو عملاً روی چیزی با هم اتفاق نظر ندارند. البته که این مشکل چیز جدیدی نیست.
در قرن 18 هیوم بر این نظر بود که تعریف ما از هر گونه‌ای از الوهیت به اندازه‌ای جابجایی داشته است که دیگر خدایان باستان برای ما الوهیت به حساب نمی‌آیند، چون بیش از حد انسانوار بودند. شروع نقل قول. برای هر کسی که صادقانه موضوع را قضاوت کند نمایان خواهد بود که خدایان معتقدان به چند خدایی از پریان و اجنه نیاکان باستانیمان خیلی هم بهتر نبودند و لذا خیلی هم شایسته تعبد زاهدانه و تکریم نبودند. این دین مداران ریاکار در واقع خدا ناباورانی خرافاتی و متوهم هستند و لذا هیچ ماهیتی را که در تطابق با آنچه که بر حسب نظر ما یک الوهیت به حساب می‌آید را تأیید نمی‌کنند. هیچ اصل اولیه ذهنی یا تفکری وجود ندارد. هیچ گونه الگو و سازوکار حاکم متعالی وجود ندارد. هیچ تدبیر یا قصد الهی در تار و پود جهان وجود ندارد. رجوع شود به کتاب ایشان 1777 صفحه 33. پایان نقل قول. اخیراً و با حالتی سرزنش‌آمیز و در جهت مخالف، استارک و فینکه سال 2000 نگرانی خود از دیدگاه‌های خدا ناباورانه جان شلبی اسپانگ، اسقف اعظم نیویورک، که خدایش به قدر کافی انسانوار نیست را مطرح نمودند. اسپانگ در کتابش به سال 1998 تحت عنوان چرا باید مسیحیت تغییر کند یا بمیرد، الوهیت مسیح را رد می کند و اینطور بیان می کند که تصلیب وحشیانه است و خدای اکثر مسیحیان سنتی چیزی بیش از یک غول آدمخوار نیست. یک روحانی برجسته دیگر از نظام اسقفی زمانی به بنده به صورت خصوصی اعلام نمود که وقتی متوجه شده برخی مورمون‌ها وقتی میگویند به خدا معتقد هستند در عمل به چه چیزهایی باور دارند، او ترجیح میداده که آن جماعت اصلاً به خدا معتقد نباشند. پس چرا این اسقف چنین سخنی را در بالای منبر به زبان نمیآورد؟ چون نمیخواهد پیروانش را ناامید کند. هرچه که باشد، همین حالا هم تعداد زیادی از انسان‌های پلید بی خدا در پیرامون ما هستند و لذا بیان سخن فوق ذکر در جمع عمومی کمکی به تقویت این اصل که ما خدا ناباور نیستیم، خدا نکند که اینطور باشد، نمی کند. 2. خدا به عنوان مقصود اسنادی. این ابله است که در دل خود میگوید خدایی وجود ندارد. مزامیر داوود، پیسام 1:14 و همچنین 1:53. باور به خدا موجب می شود تا مردم از پذیرش آنچه که بدیهی است سرباز بزنند. اینکه بخش اعظم دانش سنتی درباره خدا به همان اندازه‌ای ارزش باور دارد که دانش راجع به بابا نوئل یا شخصیت کارتونی واندرومن، ابرقهرمان کارتونی. خندیدن راجع به این گفته جالب خواهد بود. کارتونی را در نظر بگیرید که در آن خدا شخصیتی جدی و پرریش مصور شده که روی ابری با انبوهی از صاعقه در گرداگردش نشسته و هیچ اظهار نظری درباره تمسخرات ساده یا شنیع مطرح شده درباره افرادی که به بهشت قدم می‌گذارند و هر کدامشان اسیر ماجرایی منحصر به فرد بوده نمی کند. به جز زاهد مآبان متعصب، این گنجینه از مزاح موجب خنداندن بقیه افراد می شود، ولی تنها عده قلیلی میپذیرند که ما از خدای مندرج در کتاب آفرینش 21:2 چقدر فاصله گرفته ایم. او کسی بوده که قبل از اینکه حوا را درست کند، یک دنده را از سینه آدم بیرون میکشد و سپس کالبد او را میبندد. احتمالاً تصور بر این است که این کار را با انگشتانش انجام میدهد. در کتاب واعظی از برای شیطان 2003 الف، ریچارد داکینز یک پیشنهاد معقول ارائه می‌دهد. البته پیشاپیش می‌داند که کسی به آن اعتنا نمی‌کند چون سخن آخر در ادامه آن آمده است. شروع نقل قول. خدا باوران عصر حاضر ممکن است تایید کنند که وقتی صحبت از بال، گوساله زرین، سور، ووتان، پوسایدن، آپولو، میترا و آمون-را می شود، آنها نیز خدا ناباور هستند. همه ما درباره اکثر خدایانی که انسان به آن باور داشته خدا ناباور هستیم. البته برخی از ما فقط به یک خدای اضافه تر نیز باور ندارند. صفحه 150 از کتاب ایشان، پایان نقل قول.
مشکل اینجاست که چون این نصیحت مورد اعتنا قرار نمیگیرد، بحث درباره وجود خدا به سمت مرزهای نامشخص حاله زهد سوق پیدا خواهد کرد. قبل از اینکه جلوتر برویم، اگر خدا باوران لطف کنند و فهرست کوتاهی از مفهوماتی از خدا که به زعم آنها یاوه است را تهیه کنند، ما خدا ناباوران خواهیم دانست که حداقل کدام یک از موضوعات همچنان برای بحث روی میز باقی میماند. البته موضوع اینجاست که از سر ترکیبی از احتیاط، وفاداری و عدم تمایل به بی‌حرمتی به کسی در جبهه خودشان، خدا باوران معمولاً از انجام چنین کاری خودداری می نمایند. رجوع شود به پینوشت 7. به نظرم تمام تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. نوعی آشفتگی منطق معابانه مسئول فعال سازی این سیاست دوگانه است. البته اگر نخواهیم بگوییم مسئول تصدیق آن است و همین آشفتگی منطق معاب است که در مقابل واکاوی که فلاسفه روی آن کار کردند قویاً مقاومت می کند. مسئله مسند الیه، مقصودهای اسنادی، رجوع شود به پینوشت 8. به عبارتی مقصودهای اسنادی چیزهایی هستند که فرد میتواند به آنها فکر کند، ولی همانطور که به زودی میبینیم این مطلب خیلی هم رضایت بخش نخواهد بود. آیا من به جادوگرها باور دارم؟ به این ربط دارد که منظورت چیست؟ اگر منظورت زنانی بددل و وردگو هستند که به شکل فراطبیعی بر روی یک جارو این طرف و آن طرف پرواز می کنند و کلاه مخروطی مشکی به سر دارند، پاسخ روشن است. خیر. به همان اندازه به جادوگرها باور دارم که به خرگوش عید پاک و پری دندانها. اگر منظورت افرادی هم زنان و هم مردان هستند که به رسومات ویکا، یک فرقه مشهور عصر مدرن، مشغولند، پاسخ من به همان اندازه روشن است. آری، من به جادوگرها باور دارم. آنها چیزی بیش از گروه پیشاهنگی دختران و یا انجمن روتاری فراطبیعی نیستند. آیا باور دارم که این دسته از جادوگران می توانند طلسمی انجام دهند؟ آری و خیر. آنها واقعا از ته دل مشغول انجام لعن و نفرین هستند و انتظار دارند تا دنیا را به طرق مختلفی تغییر دهند. ولی در این که تصور می کنند موفق می شوند دچار اشتباه هستند. اگرچه این امکان را دارند که به واسطه کارهایی که انجام می دهند خلق و خوی خود را تغییر دهند. اگر شما را چشم بزنم ممکن است جداً و تا سرحد بیماری دچار وحشت شوید. و البته اگر هم چنین اتفاقی رخ داد به علت ساده‌لوحی شماست، نه به این علت که من از قدرت‌های جادویی برخوردارم. رجوع شود به پینوشت 9. بنابراین همه چیز به این برمیگردد که منظور شما چیست و به واقع همیشه این چنین است. در حدود 40 سال پیش من یک برنامه خبری از شبکه BBC در انگلستان را دیدم که در طی آن با بچه‌های مهد کودک راجع به ملکه الیزابت دوم مصاحبه می‌کردند. آن بچه‌ها چه چیزی راجع به ملکه می‌دانستند؟ پاسخها بسیار قابل توجه بود. ملکه وقتی داشت قصر باکینگهام را جارو می‌کرد، تاج به سر داشت. وقتی تلویزیون تماشا می‌کرد، روی تخت سلطنتی می‌نشست و در کل مثل آمیزه‌ای از یک مادر و ملکه دلها رفتار می‌کرد. این نسخه از ملکه الیزابت دوم که به وسیله یقین مورد اجماع آن بچه‌ها به عنوان یک مقصود اسنادی، به عنوان یک امر انتزاعی به وجود آمده بود، از آن زن واقعی دنیای بیرون بسیار جالبتر و سرگرم کننده تر بود. و البته اگر وی به این صورت بود، برش سیاسی قویتری نیز پیدا می نمود. پس یعنی دو ماهیت مجزا در نزد ما وجود دارد، آن زن واقعی و ملکه خیالی. و اگر اینطور باشد آیا میلیاردها ماهیت مجزا در پیرامون ما وجود ندارند؟ ملکه الیزابت دوم مورد باور نوجوانان اسکاتلند، ملکه الیزابت دوم مورد باور خدمه قصر ویندسور و ملکه الیزابت دوم من و الی آخر. تقریباً برای بخش اعظم قرن اخیر فلاسفه در تلاش برای تعیین چگونگی قرار دادن این مقصودات اسنادی در هستی شناسی مرتبط با آن مقصودات بودند.
یعنی به واقع تلاش برای تهیه فهرست مدونی از چیزهایی که وجود دارند و البته که این تلاش هیچگاه نیز تا این لحظه به وفاق عمومی دست پیدا نکرده است. یک بریتانیایی برجسته دیگر شرلوک هولمز است که بسیاری راجع به او فکرشان مشغول است، ولی او هرگز وجود نداشته است. به نحوی از آنها در مورد چنین مقصودات اسنادی محضی راست و دروغ وجود دارد. اینکه شرلوک هولمز مقصود اسنادی که توسط سر آرتور کونان دویل خلق شده در خیابان بیکر زندگی می‌کرده و اهل دخانیات هم بوده درست است، ولی اینکه بینی سبز روشنی داشته کذب است. اینکه پگاسوس اسب افسانه‌ای یونان باستان به غیر از چارپای خود بال نیز داشته درست است، ولی اینکه یک زمانی پگاسوس متعلق به پرزیدنت ترومن بوده و او از میزوری با آن به کاخ سفید رفته کذب محض است. و البته که نه شرلوک هولمز و نه پگاسوس هیچ کدوم راست و حقیقی نیستند. برخی شاید تحت تأثیر این خیال اشتباه باشند که شرلوک هولمز واقعا وجود داشته و داستان‌های دویل تخیلی نیستند. پس اینطور بگوییم که این دسته افراد به شرلوک هولمز به معنای واقعی کلمه باور دارند. افراد دیگری نیز هستند که نام آنها شرلوکیان گذاشته می شود. این گروه وقت آزاد خود را صرف تبدیل شدن به عالمان شرلوک هولمز می نمایند و از این توانایی برخوردار می شوند تا یکدیگر را با حجم وسیعی از دانسته های خود که برگرفته از آثار کونان دویل است سرگرم کنند و البته در این جریان هرگز دچار این خطا نمی شوند که واقعیت را با تخیل اشتباه بگیرند. مشهورترین این علما انجمن نامتعارفان خیابان بیکر هستند که نام خود را از گروهی از بچه‌های شروری که هولمز در طی سالیان و به دلایل گوناگون نام آنها را فهرست کرده بود وام گرفتند. اعضای این انجمن‌ها از اینکه می‌دانند در تاریخ 12 می هولمز کدام قطار از پندینگتون را سوار شد خرسند هستند، ولی البته به خوبی نیز می‌دانند که هیچ سندی که نشان بدهد او در داخل قطار صورتش را رو به جلو برد یا به عقب وجود ندارد که چیزی از آن دستگیرشان شود. و البته علت این عدم اطلاع آن است که کونان دویل موضوع مزبور را به ریز شرح نداده و هیچ اشاره ضمنی نیز به آن نداشته است. این انجمن‌ها می‌دانند که هولمز یک شخصیت خیالی است، ولی به هر صورت بخش اعظم زندگی خود را صرف مطالعه او می‌کنند و عاشق این هستند که توضیح دهند که چرا عشقشان به هولمز از عشق طرفدارانی که عاشق پری میسون و یا بتمن هستند موجه‌تر است. پس اینطور بگوییم که این عالمان به شرلوک هولمز به شکل ضعیفی باور دارند. این انجمن‌ها خیلی شبیه عالمان غیر حرفه‌ای رفتار می‌کنند که اوقات فراغت خود را صرف فهمیدن اینکه جک آدمکش چه کسی بوده است می‌کنند. لذا یک ناظر از بیرون که نمی‌دانسته داستان‌های هولمز تخیلی بوده ولی جک آدمکش حقیقی ممکن طبیعتاً اینطور برداشت کند که اعضای انجمن نامتعارفان خیابان بیکر عملاً در حال تفحص درباره یک شخصیت تاریخی واقعی هستند. برای مقصود اسنادی محضی مثل شرلوک هولمز کاملاً ممکن است که حتی در زمانی که مردم به خوبی می‌دانند که او حقیقی نیست، باز هم ذهنشان درگیر او شود. بنابراین تعجب برانگیز نیست که چنین چیزی اگر که البته تا پایان صحیح باشد که نام چیز را به روی آن بگذاریم، وقتی که مردم به معنی واقعی کلمه به آن باور داشته باشند زندگی آنها را تحت شعاع قرار بدهد. این دقیقاً مشابه مثال افرادی است که مبالغ هنگفتی را هزینه می کنند تا غول دریاچه، غول لاخنس یا پاگنده را بیابند. و هرگاه که یک شخصیت واقعی مثل ملکه الیزابت دوم بر زندگی مردم احاطه پیدا می کند، این احاطه به طور معمول به شکل غیر مستقیم حاصل می شود. احاطه غیر مستقیم به این شکل است که با ایجاد مجموعه‌ای از باورهای چندگانه مقصود اسنادی به مردم ارائه می گردد که در تفکرات و تصمیم‌های آنها نمود آن را شاهد خواهیم بود. بدون داشتن تصویر واضح و دقیق از باورها که به من کمک کند تا فردی را به طور خاص از داخل جمع متمایز نمایم، تا او را بشناسم، دنبال کنم و با وی به شکل مؤثر تعامل داشته باشم، قادر نخواهم بود که از رقیبم متنفر باشم و یا همسایه‌ام را دوست بدارم.
در اکثر مواقع چیزهایی که به آن باور داریم کاملا حقیقی هستند و به چیزهایی که حقیقی هستند باور داریم. بنابراین می توانیم تمایز منطقی بین یک مقصود اسنادی مسند الیه یک باور و آن چیزی که در دنیا الهام بخش موجب و مبنای آن باور به خصوص است را نادیده بگیریم. ولی این قاعده همیشگی نیست. در مثال دیگر معلوم شده که ستاره صبحگاهی چیزی متفاوت از همان ستاره شبانگاهی نیست. در واقع آنها اصلا ستاره نیستند. آنها یکی و یک چیز هستند. نامشان سیاره زهره است. یک سیاره و دو مقصود اسنادی. معمولا چیزهایی که برای ما مهم هستند خودشان را مؤکداً به روش‌های گوناگون که بتوانیم از طریق خط سیرشان ردیابیشان کنیم به ما خودنمایی می‌کنند. ولی با این وجود سناریوهای دیگری نیز اتفاق می‌افتد. ممکن است من یواشکی کار و برنامه شما را به هم بریزم و یا برایتان بخت و اقبال خوشایندی را فراهم کنم و به این شکل زندگی شما را تحت شعاع قرار دهم، بدون اینکه حتی شما ظنی ببرید که من به عنوان یک شخص یا چیز یا حتی یک نیرو در زندگی شما حضور داشتم. ولی البته که این مطلب یک امکان نامحتمل است. در حالت کلی چیزهایی که مسبب ایجاد تغییر در زندگی فرد هستند، صرف نظر از اینکه فرد به چه میزان آنها را اشتباه گرفته باشد یا اشتباه فرض کرده باشد، به نحوی از آنها در قالب مقصودات اسنادی نمود پیدا می کنند. در مواقعی که خوانش نادرستی اتفاق می افتد، برای توصیف شرایط دچار مشکل خواهیم شد. مثلا فرض کنید که شما برای چندین ماه به خاطر باور به برخی خرافات به من کمک می کردید. اگر من جای تشکر از شما که در حقیقت این کمک را انجام داده اید از ستاره بخت و اقبالم تشکر کنم، در آن صورت باور داشتن به شما و سپاسگزار بودن از شما به نوبه خود خوانش غلط ماجرا خواهد بود. شاید من ابله باشم که در دل خود میگویم که باید فقط از ستاره بخت و اقبالم ممنون باشم، یعنی شخص دیگری نیست که از او تشکر نمایم. ولی به هر حال این چیزی است که من به آن باور دارم. پس در واقع در این مثال شمایی که در نقش یک مقصود اسنادی باشد وجود ندارد. حال اینطور فرض کنید که من اطمینان داشتم که یک یاری رسان پنهان داشتم، ولی آن شما نبودید. کامرون دیاز بود است. در این اثنا که نامه‌های تشکرآمیز برای او می‌نوشتم و تصویری دوست داشتنی از او در ذهن خود می‌پروراندم و درباره سخاوت او نسبت به خودم دچار شگفتی می‌شدم، اگر که بگویم این شمایید که مقصود من از این قدردانی ها هستید، در واقع عملی گمراه کننده انجام دادم، حتی با وجود این که در حقیقت این شما بوده اید که اعمالی را انجام داده اید که من به خاطر آنها قدردان هستم. در ادامه اینطور فرض کنید که من تدریجاً به موضوع مشکوک می شوم و متوجه خواهم شد که نادان و غافل بودم و در نهایت به این نتیجه می رسم که در واقع این شمایید که مخاطب قدردانی های من هستید. آیا عجیب نخواهد بود که کلامم را به این شکل بیان کنم؟ حالا می فهمم شما همان کامرون دیاز هستید. قطعاً عجیب و غلط خواهد بود، مگر اینکه مجدداً در این فیمابین اتفاق دیگری رخ داده باشد. اکنون تصور کنید که آشنایان من به قدری به آوازهایی که من در مدح و ثنای کامرون دیاز و خیلی عظیم کارهای خیرش میخوانم عادت کردند که زمان برای آنها و شخص من فرا رسیده است که قد علم کنیم و یک صدا حامی آن چیزی باشیم که این خوشیها را به من اعطا نموده است. در این صورت آن عبارات مقصود معنایی اولیه خود را از دست میدهند. کامرون دیاز که ظاهراً نام یک شخص حقیقی است، به طور تدریجی و نامحسوس دچار دگرگونی شده و به یک اصطلاح غیر قابل پیش بینی و یا به نام کسی یا چیزی که مسئول آنچه که من قدردان آن هستم بدل خواهد گردید. ولی در اینجا یک مسئله به وجود می آید. اگر عبارت مورد استفاده به این اندازه دارای پایان باز است، پس وقتی من دارم از ستاره بخت و اقبالم تشکر می کنم، دقیقاً دارم از همان چیزی تشکر می کنم که وقتی دارم از کامرون دیاز تشکر می کنم و به این صورت شما کامرون دیاز من خواهید بود. ستاره صبحگاهی هم معلوم می شود که همان ستاره شبانگاهی است. چگونه یک خدا ناباور را از طریق بازی با کلمات به یک خدا باور تبدیل کنیم؟ اگر خدا نام آن چیزی باشد که خالق کل کوچک و بزرگ است،
بنابراین خدا میتواند همان فرایند تکامل از طریق انتخاب طبیعی باشد. این دو پهلویی و ابهام از زمان اشاره به آن ابله بی خدا در مزامیر داوود به این طرف مورد استفاده قرار گرفته است. آن ابله وقتی در دلش میگوید خدایی وجود ندارد، خودش نمیداند راجع به چیزی دارد صحبت میکند. بنابراین بر طبق این گفته آن ابله به همان میزان جاهل است که مثلا فردی فکر میکند که شکسپیر نمایشنامه هملت را ننوشته است. بالاخره که یک نفر آن را نوشته. اگر طبق تعریف شکسپیر نویسنده هملت است، بنابراین شاید مارلو همان شکسپیر بوده است و الی آخر. وقتی که افراد درباره تاریخچه خدا می نویسند، آرمسترانگ 1993، استارک 2001، دبری 2004، به عنوان برخی مثالهای اخیر، آنچه که به واقع انجام می‌دهند نگارش درباره تاریخ مفهوم خداست. این افراد با نظر انداختن به قرون گذشته به دنبال ردیابی الگوها و تعارضات درباره خدا به عنوان مقصود اسنادی هستند. این گونه تحقیق تاریخی می‌تواند از دو جهت بی‌طرف باشد. یعنی می‌تواند درباره اینکه کدام مفهوم از خدا صحیح است بی‌طرف باشد. آیا شکسپیر هملت را نوشته یا مارلو آن را نوشته؟ و یا اینکه آیا اصلاً کلیت آن اثر واقعیت است یا تخیل؟ آیا ما انجمن نامتعارفان خیابان بیکر هستیم یا اینکه می‌خواهیم یک قاتل واقعی را شناسایی کنیم؟ در کتاب یگانه خدای راستین، پیامدهای تاریخی یکتاپرستی، رادنی استارک با آغاز مطلب خود به شرح ذیل این ابهام را به وضوح نشان می‌دهد. شروع نقل قول: تمام ادیان یکتاپرست عمده مدعی هستند که خدای آنها در گذر تاریخ فعال است و من حداقل به لحاظ جامعه شناسی قصد دارم نشان دهم که حق با آنهاست. یعنی بخش زیادی از تاریخ، پیروزی‌ها و شکست‌ها به نمایندگی از یک خدای راستین انجام پذیرفته است. چه چیزی می‌تواند بیش از این بدیهی باشد؟ آورده شده از کتاب ایشان سال 2001 صفحه 1. پایان نقل قول. عنوان کتاب استارک بر این اشاره دارد که او بی‌طرف نیست، چون قید نموده یگانه خدای راستین، ضمن آنکه کل کتاب از روی دیدگاه جامعه شناسی نوشته شده است. پس منظور نگارش درباره خدا نیست. منظور درباره مقصودهای اسنادی است که کل بار سیاسی و روانشناختی به روی آنها بوده است. یعنی خدای کاتولیک‌ها، خدای یهودیان و شاید خدای نوجوانانی که در اسکاتلند زندگی می‌کنند. به واقع روشن است که خدا به عنوان مقصود اسنادی مستند الیه نقش بسیار قوی را ایفا نموده است، ولی این موضوع دال بر وجود خدا نیست. و این دورویی استارک را می‌رساند که پشت این ابهام پنهان شده است. تاریخ اختلافات همیشه هم مثل انجمن نامتعارفان خیابان بیکر و باشگاه هواداری پری میسن سرگرم کننده و بی دردسر نبوده است. انسان‌های زیادی به خاطر نظریاتشان از بین رفتند. شاید استارک بی‌طرف باشد، ولی ریچ جنی کمدین خیر. آنطور که اون موضوع را می‌بیند، جنگ مذهبی رقت انگیز است. در واقع شما همدیگر رو می‌کشید که بفهمید دوست خیالی کدومتون بهتره. نظر استارک در مورد این جمله چیست؟ و نظر خود شما چطور؟ آیا درست است؟ و یا آیا اجباری وجود دارد که برای مفهومی مبارزه کنید صرف نظر از این که آیا اصلا آن مفهوم به چیز حقیقی در این دنیا اسناد دارد یا خیر؟ البته ممکن است کسی بگوید که به واسطه همین کشاکش‌ها در مسابقه تسلیحاتی تکریم و تمجید بوده که کوه عظیمی از هنر و ادبیات فاخر به وجود آمده است. بنده به شخصه متوجه شدم که برخی که خود را باورمند میپندارند در واقع فقط به مفهوم خدا باور دارند و نه خود او. من خودم هم باور دارم که مفهوم خدا وجود دارد. همانطور که استارک میگوید چه چیزی میتواند بیش از این بدیهی باشد. نکته اینجاست این افراد باور دارند که مفهوم مربوطه ارزش مبارزه را دارد. توجه داشته باشید که این دسته از افراد به باور به خدا باور ندارند. خیلی بیشتر از اینها خبره هستند. آنها شبیه انجمن نامتعارفان خیابان بیکر هستند که به باور به شرلوک هولمز باور ندارند. در واقع آن چیزی که به آن باور دارند مطالعه و ستایش دانش موجود در آن اثر است.
این دسته از افراد اطمینان دارند که مفهوم یا ادراک آنها از خدا از سایر مفهومات موجود در خصوص خدا بسیار بهتر است و دقیقاً به همین دلیل است که راجع به پراکندن کلام خدا احساس وظیفه می کنند، ولی در این حال به خدا به معنی واقعی کلمه باور ندارند. بر حسب تعریف ممکن است فکر کنیم که خدا باوران به خدا باور دارند. هرچی که باشد واژه خدا ناباوری نفی خدا باوری است. با توجه به اینکه خدا باورانی هستند که به گفته خودشان فکر می کنند که ارائه مبانی اخلاقی قابل قبول خدا باورانه نیازمند آن است که ماهیت فراتبیعی خدا را کنار بگذاریم، الیس 2004، لذا امید کمی وجود دارد که بتوانیم یک تحقیق جامع و اثربخش در خصوص وجود خدا انجام دهیم. اگر که خدا یک ماهیت فراتبیعی نیست، پس چه کسی می‌داند که شما یا بنده به آن چیز یا کس باور داریم یا خیر؟ باور به شرلوک هولمز، پگاسوس، جادوگران روی جارو، همگی مثال‌های ساده‌ای هستند که می‌توانیم با کمی دقت به جزئیات به راحتی به آنها نظم و ترتیب دهیم. از سوی دیگر وقتی صحبت از خدا می‌شود، هیچ راهی برای گذر از حاله سوء تعبیر وجود ندارد که بتوانیم در نهایت به یک اجماع کلی درباره موضوع مورد بحث دست پیدا کنیم. درباره چرایی مقاومت افراد در مقابل پذیرفتن یک تعریف مشخص از خدا، حتی اگر فقط با هدف پیشبرد بحث هم که باشد، دلایل جالبی وجود دارد. حاله‌های ناتوانی در فهم و عدم موفقیت در رساندن منظور نه تنها موانع مزاحمی بر سر راه تکذیب موشکافانه ادعاهای مندرج هستند، بلکه ویژگی‌های طراحی و الگویی ادیان نیز به حساب می‌آیند و به خودی خود ارزش نگاه و بررسی ریز بینانه را دارند. audiobook.com 3. تقسیم وظایف اعتقادی. اونقدر اداشو در بیار تا آخر سر خودش بشی. انجمن ترک اعتیاد به الکل. همانطور که کانت تاکید دارد، پدیده عجیبی داریم که طی آن ذهن با تمام قدرت به وجود حقیقی مجموعی از چیزها باور دارد، ولی در عین حال هیچ تعریفی از هیچ کدام از آنها ندارد. ویلیام جیمز، انواع تجربیات دینی. زبان هدایای زیادی به ما ارزانی داشته که از جمله آنها میتوان به ظرفیت‌های به خاطر سپاری، انتقال، گرامی داشتن و در کل حفظ و حراست از فرمول‌هایی که درکشان نمی‌کنیم اشاره کرد. در ذیل جمله به زبان ترکی ترجمه فارسی قید شده، ولی بنده قویاً به درستی آن باور دارم. مثال 1: هر انسان به دنیا می آید، زندگی می کند و می میرد. من اصلاً هیچ نظری راجع به معنای این جمله 1 به زبان ترکی ندارم، ولی می دانم که درست است، چون از یک همکار ترک معتمد خواستم تا دقیقاً به همین منظور جمله درستی را به بنده ارائه بدهد. حاضرم مبلغ زیادی را شرط ببندم که معنای این جمله یک حقیقت است، یعنی تا این حد مطمئن هستم که این جمله درست است. ولی بار دیگر تأکید می کنم هیچ اطلاعی ندارم که جمله 1 درباره درختان، مردم، تاریخ، شیمی و یا خداست. درباره وضعیت ذهنی من هیچ چیز عجیب و غریب، نابهنجار و یا خجالت آوری وجود ندارد. فقط نمیدانم این جمله چه گزاره ای را مطرح می کند و آن هم به این دلیل است که من متخصص زبان ترکی نیستم. در بخش 7 به موضوع مشکلات رویه‌ای که بر سر راه اشتیاق مردم شناسان به درک سایر فرهنگ‌ها وجود دارد اشاره کردم و همچنین یادآور شدم که افرادی که به عنوان مخبر در پژوهش‌ها دخیل هستند ممکن است در خصوص آموزه‌هایی که از آنها سوال می‌شود اشراف نداشته باشند. مشکلاتی که به واسطه کج‌فهمی ایده ها به وجود می آید در حوزه آموزش های دینی اثرات وخیمی دارد، ولی نکته اینجاست که این مشکل فقط مختص به دین نیست و علم نیز با آن دست به گریبان است. اینجاست که برخی ممکن است مدعی باشند که تقسیم نهایی وظایف یا در واقع تقسیم وظایف اعتقادی از طریق زبان میسر شده است. ما اهل عوام مشغول به انجام وظیفه باور هستیم.
مثلا در نیایش‌ها و مناجات شرکت می‌کنیم و به این صورت درک آن باورهای جزمی را برای متخصصان به تعویق می‌اندازیم. فرمول علمی به غایت جادویی اینشتین، مثال 2 نظریه نسبیت را در نظر بگیرید. آیا به فرمول مندرج باور دارید؟ من باور دارم. همه ما با این معادله بزرگ اینشتین و ماهیت نظریه نسبیت او آشنایی داریم. و ضمناً بسیاری از ما می‌دانیم که حروف اختصاری این معادله نشانگر چه چیزهایی هستند و حتی شاید رابطه علم جبر پایه در آن را نیز بفهمیم و در صورت تعبیر اشتباه از آن بتوانیم خطاهای ممکن را تشخیص دهیم. ولی فقط کسر ناچیزی از آنهایی که می‌دانند این فرمول حقیقت بنیادین فیزیک است، آن را عملاً به شکل قابل تجسمی درک می‌کنند. خوشبختانه باقی ما اجباری به درک آن نداریم. ما در پیرامون خودمان متخصصانی در رشته فیزیک را داریم که مسئولیت درک این فرمول را به آنها سپرده‌ایم. در چنین مواقعی آنچه که ما انجام می‌دهیم در واقع باور داشتن به گزاره نیست، چون برای تحقق چنین امری ابتدا بایستی گزاره را درک کرد. پس آنچه که ما یعنی افراد غیر متخصص انجام می‌دهیم این است که باور داریم هر گزاره‌ای که از طریق فرمول اینشتین بیان می‌گردد درست است. رجوع شود به پینوشت 10. تفاوت بین مثال 1 و مثال 2 برای من این است که در خصوص مثال 2 من چیزهای زیادی می‌دانم، ولی آنقدر نمی‌دانم که اصلاً مثال 2 راجع به چه چیزی است. در فضای بی انتهای کل گزاره‌های ممکن من می‌توانم معنای آن گزاره به خصوص را به خوشه‌ای از واجگونه‌های یکسان محدود نمایم. وقتی من توصیفی تقریباً درست از موضوع داشته باشم، احتمالاً یک فیزیکدان من را به خاطر توصیفم گیر خواهد انداخت و به این صورت است که جهل من نسبت به آن موضوع نمایان می شود. این دقیقاً همان کاری است که آزمون‌های بسیار سخت چند گزینه‌ای انجام می دهند. متمایز نمودن دانشجویانی که واقعاً مطلب را درک می نمایند از آنهایی که تا حدودی مطلب را درک می نمایند. اگرچه در رابطه با مثال 1 همه آنچه که من می‌دانم این است که این مثال بیان کننده یکی از گزاره‌های درست است. این خود باعث می‌شود تا فضای بی انتهای گزاره‌ها به نصف کاهش پیدا کند. ولی همچنان من را برای تعیین بهترین تعبیر با انبوهی بی انتها از گزاره‌های غیر قابل تمایز رها می‌کند. می توانم حدس بزنم که احتمالاً جمله ترکی مندرج در مثال 1 در خصوص مسابقه فوتبال آمریکایی و 4 برد پیاپی رد ساکس در مقابل یانکیز برای تصاحب قهرمانی لیگ آمریکا در سال 2004 نبوده، ولی این روش برای کاهش تعداد گزاره‌های درست ما را به جایی نخواهد رساند. از آن جهت مثالی را از حوزه علم مطرح نمودم که نشان بدهم که این موضوع فقط به تنهایی نقطه ضعف خجالت‌آور باور دینی نیست. حتی دانشمندان نیز هر روز به روی فرمول‌هایی تکیه می‌کنند که می‌دانند صحیح هستند، ولی خودشان تبحر لازم جهت تعبیر آن فرمول‌ها را ندارند. و شاید حتی گاهی اوقات دانشمندان از تمایز مابین درک یک مطلب و به خاطر سپردن آن حمایت می‌کنند. جلوه روشن این موضوع را می‌توانیم در سخنرانی‌های اصول مقدماتی و پایه ریچارد فینمن در خصوص مبحث الکترودینامیک کوانتومی مشاهده کرد. نظریه عجیب نور و ماده سال 1985. در این سخنرانی‌ها فیمن به طرز جالب و فریبنده‌ای مخاطب خود را به سمتی سوق می‌دهد که اضطراب و جدیت خود را کنار بگذارد و سعی در فهم روش آموزش او نداشته باشد. شروع نقل قول. خب، حالا می‌دونید که می‌خوام راجع به چه چیزی صحبت کنم. پرسش بعدی اینه که آیا آنچه که می‌خوام بگم رو خواهید فهمید؟ خیر. قادر نخواهید بود که آنچه که خواهم گفت را بفهمید. پس اصلاً چرا باید با این چیزها شما را اذیت کنم؟ چرا تمام این مدت می‌خواهید اینجا بنشینید وقتی که قادر نخواهید بود آنچه که میگویم را بفهمید؟ به خاطر اینکه آن را نمیفهمید. وظیفه من این است شما را قانع نمایم که از این مبحث روی بر نگردانید. میدانید حتی دانشجویان فیزیک من هم این مطلب را نمیفهمند. به خاطر اینکه من خودم هم نمیفهمم. هیچ کس نمیفهمد. این مسئله است که فیزیکدانها یاد گرفتند با آن کنار بیایند. آنها آموختند که پرسش این نیست که نظریه ای را میپسندند یا نمیپسندند. پرسش اینجاست که آیا نظریه مد نظر امکان ارائه پیشبینی هایی را دارد که در تطابق با آزمایش تجربی باشد یا خیر.
پرسشی نیست که از منظر عقل و شعور آیا یک نظریه به لحاظ فلسفی خوشنود کننده است و یا فهمش ساده است و یا کاملا معقول است. لطفاً چون نمیتونید باور کنید که طبیعت اینقدر عجیب است، پا پس نکشید. لطفاً کاملا به سخنان من گوش فرا دهید و امیدوارم شما هم به اندازه من در پایان خوشنود باشید. آورده شده از کتاب ایشان صفحات 9 و 10. پایان نقل قول. فیمن سخنان خود درباره محاسبه احتمال دامنه نوسانها را با اصطلاحاتی پیش میبرد که به عمد مخاطبان را از فهم مطلب ناامید میکند. بایستی حسابی آماده باشید. البته نه به خاطر اینکه مطلب را نخواهید فهمید، بلکه به خاطر اینکه مطلب مربوطه به شدت مضحک است. همه کاری که قرار است انجام بدهیم کشیدن چند پیکان کوچک بر روی یک تکه کاغذ است. فقط همین. آورده شده از صفحه 24. با وجود تمام این اظهارات، فیمن از آنچه قرار است راجع به آن توضیح دهد دفاع می‌کند، چون روش‌های مندرج نتایجی را به بار می‌آورد که به شدت دقیق است. شروع نقل قول. برای اینکه شما ذهنیتی از دقت این اعداد داشته باشید، مثال به این شرح رو بیان می‌کنم. اگر قرار بود فاصله بین لس آنجلس و نیویورک را با این دقت اندازه بگیرید، به قدری دقیق خواهد بود که انگار می‌خواهید قطر یک تار موی انسان رو اندازه بگیرید. الکترودینامیک کوانتومی در ظرف 50 سال گذشته به این ظرافت چه به صورت نظری و چه به صورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است. آورده شده از صفحه 7. پایان نقل قول. و این دقیقاً مهمترین تفاوت تقسیم وظایف در میان دین و علم است. با وجود انکار بیش از حد فروتنانه و غیر معمول فیمن، متخصصان روش‌هایی رو که به کار میبرند درک میکنن. البته نه به صورت جامع و مطلق، ولی به اندازه‌ای خواهد بود که بتونن به یکدیگر و به خودشون توضیح بدن که چرا این نتایج به شدت دقیق از دل اون روش‌ها بیرون میاد. فقط چون مطمئن هستم که اهل فن واقعاً آن فرمول‌ها رو میفهمن، مسئولیت تصریح و در ادامه فهم گزاره‌های اون علم خاص رو صادقانه و بی هیچ ابایی به آنها میسپارم. ولی در رابطه با دین، وقتی که اهل فن میگن که نمیدونن راجع به چه چیزی صحبت میکنن، این نوع گفتار اونها به منظور ایجاد اثر خاصی در مخاطبان بیان نمیشه. غیر قابل فهم بودن بنیادین خدا عمود خیمه ایمان است و لذا اعلان عمومی و نظاممند در این وادی بدین صورته که گزاره‌های مورد سوال برای همه گیج کننده و خارج از دایره فهمه. میتونیم با اهل فن در حوزه دین همراه بشیم و به اندرز اونها در خصوص اینکه به کدوم جمله باور داشته باشیم گوش بدیم، ولی در این حال همین اهل فن تاکید دارن که خودشون هم نمیتونن از تخصصشون در جهت اثبات، حتی در میان جمع خودشون، آنچه که راجع به اون صحبت میکنن استفاده کنن. در نتیجه این موضوعات برای همه، چه برای عوام و چه برای اهل فن، رازآلوده. ولی چرا کسی باید با چنین چیزی کنار بیاد؟ پاسخ خیلی روشنه. به خاطر باور به باور. خیلی از افراد به خدا باور دارن. خیلی به باور به خدا باور دارن. تفاوت این دو در چیست؟ افرادی که به خدا باور دارن مطمئنن که خدا وجود داره و البته از این خوشنودن، چون نگاهشون به این شکلی که خدا شگفت‌انگیز ترین چیز در میان همه چیز است. جدای از این، افرادی که به باور به خدا باور دارن مطمئن هستند که باور به خدا وجود داره و چه کسی میتونه به اون شک داشته باشه؟ و این حالت مناسبی از تعامل به حساب میاد که بایستی تا اونجا که ممکنه از آن محافظت نمود و اون رو شکوفا کرد. کاش که میشد باور به خدا در بین همه پراکنده میشد. انسان بایستی به خدا باور داشته باشه. انسان بایستی در طلب باور به خدا باشه. اگر انسانی متوجه شود که به خدا باور نداره، بایستی ناراحت، پشیمان و تهی باشد. بایستی حس گناه کند. این یک شکست است، ولی خب اتفاق می افتد. کاملا امکان دارد که یک خدا ناباور بود و در این حال به باور به خدا باور داشت. چنین شخصی به خدا باور ندارد، ولی با این وجود بر این نظر است که باور به خدا حالت شگفت‌انگیز ذهنی است که اگر شرایط مهیا باشد می توانیم در آن قرار بگیریم. افرادی که به باور به خدا باور دارند سعی می کنند بقیه را مجاب کنند که به خدا باور بیاورند
و هر موقع هم که می‌بینند باور خودشان به خدا سست شده است، هر کاری که میسر است انجام می‌دهند تا آن را بازیابی نمایند. نادر ولی ممکن است که افراد به چیزی باور داشته باشند ولی در این حال از باور به آن پشیمان باشند. به باور خودشان باور ندارند. اگر متوجه شوم که به اشباح یا غول دریاچه باور داشتم، خیلی خجالت زده خواهم شد. انگار که این موضوعی که از آن رازهای کوچک زشت درباره من است که آرزو می کردم نباشد و خوشحال می شدم که کسی راجع به آن چیزی نداند. احتمالاً تلاش خواهم نمود تا در گستره مسطح و یک دست هستی شناسی دقیق و عقلانی خودم از شر این برآمدگی زننده خلاص شوم. گاهی اوقات انسان‌ها به یک باره متوجه می‌شوند که نژاد پرست و یا جنسیت پرست هستند و یا حس علاقه خود به دموکراسی را از دست دادند. هیچ کدام از ما نمی‌خواهیم چنین چیزهایی را در خودمان کشف کنیم. همه ما آرمان‌هایی داریم که از طریق آنها باورهایی که در خودمان میابیم را مورد سنجش قرار میدهیم و در این رهگذر برای عده زیادی از انسان‌ها و برای مدت مدیدی باور به خدا یکی از برجسته ترین این آرمان‌ها بوده است. در کل وقتی به گزاره‌ای باور دارید، در نتیجه به این اصل نیز باور دارید که هر کسی باور شما را مورد تکذیب قرار دهد، در حال ارتکاب اشتباه است. و ضمناً در حالت فراگیر خیلی بد است که افراد مرتکب اشتباه شوند، دانش غلط داشته باشند و یا جاهل باشند. در حالت کلی اگر مردم حقایق مشترک بیشتری داشتند و به کذبیات کمتری نیز باور داشتند، دنیا جای بهتری می بود. به همین دلیل است که از چیزهایی مثل آموزش، کارزارهای اطلاع رسانی عمومی، روزنامه و غیره برخوردار هستیم. البته استثناهایی مثل رازهای راهبردی هم وجود دارد. منظور مواقعی است که من به چیزی باور دارم ولی خوشحالم که کسی دیگری در این باور با من اشتراک ندارد. برخی باورهای دینی ممکن است از برخی رازهای منحصر به آن باور دینی خاص تشکیل شده باشند، ولی الگوی کلی برای مردم این است که نه فقط باور خود را با بقیه به اشتراک بگذارند، بلکه سعی کنند سایرین و خصوصاً فرزندان خود را به باور دینی مد نظر ترغیب نمایند. 4. کمترین مخرج مشترک. خداوند آنقدر بزرگ است که بزرگی او مانع بر وجودش است. رایموندو پانیکار، سکوت خدا. غایی ترین اثبات قدرت مطلق خداوند آن است که او برای اینکه ما را نجات دهد ضرورتی بر وجود ندارد. خطبه کشیش بیش لیبرال ماکرل، قهرمان ماکرل پلازا، توسط پیتر دوریس. برنامه‌های رزمنده کلیسا و فاتح کلیسا به برنامه‌های جامعه کلیسا و گروه موسیقی کلیسا تبدیل شدند. رابرت بنسون، مکاتبات شخصی، 1960. خیلی از افراد به خدا باور دارند. افراد خیلی بیشتری هم هستند که به باور به خدا باور دارند. می توانیم تقریبا مطمئن باشیم که چون هر کسی که به خدا باور دارد به باور به خدا نیز باور دارد، در نتیجه تعداد افرادی که در این دنیا به باور به خدا باور دارند از آنهایی که به خدا باور دارند بیشتر است. ادبیات جهان و همچنین خطبه‌ها و روزه‌های بیشمار مملو از داستان انسان‌هایی است که سرگشته در شک هستند و امیدوارند باور خود به خدا را بازیابند. اخیراً در این کتاب ملاحظه نمودیم که مفهوم باور از منظر ما این اجازه را می‌دهد تا تفاوت عینی مشخصی بین این دو حالت ذهنی وجود داشته باشد، ولی در عین حال یک سوال گیج کننده همچنان پابرجاست. از میان تمام افرادی که به باور به خدا باور دارند، چه درصدی حدوداً عملاً به خدا نیز باور دارند؟ تحقیق درباره چنین سوال عینی گرایانه‌ای به نظر بسیار دشوار می‌رسد. چرا؟ ابتدا به ساکن شبیه این است که ما یک پرسشنامه چند گزینه‌ای به افراد ارائه کنیم. من به خدا باور دارم، آری، خیر، نمی‌دانم. یا اینکه سوال به این شکل باشد: خدا وجود دارد؟ آری، خیر، نمی‌دانم. آیا شکل طرح سوال تفاوتی در خود در بر خواهد داشت؟ من درباره چنین سوالاتی تحقیقی را شروع کردم و نتایج بسیار خیره کننده‌ای داشته است، ولی هنوز به اندازه کافی مورد تایید نیست تا بتوانم آن را به چاپ برسانم. مشکل اصلی با چنین رویکرد ساده‌ای خیلی واضح است.
با توجه به نحوه طراحی مفهومات و آداب دینی، دقیقاً همان باورهایی که دال بر باور به خدا هستند، همانها نیز دال بر فقط باور به خدا هستند. اگر آنانی که دچار شک و شبهه هستند به وسیله پیشوایان دین خود مورد همراهی قرار گرفته باشند تا با وجود تردیدهایشان باور خود را اذعان نمایند و با حداکثر یقین ممکن آن کلمات خاص را بر زبان جاری کنند و بارها و بارها این کار را انجام دهند تا یقین رحیمانه در دلشان بنشیند، دستها را به هم دهند و با همدیگر یک صدا نیایش کنند و چندین بار در طول روز با همدیگر مناجات کنند و تمام کارهایی که یک باورمند انجام می‌دهد را انجام بدهند. در آن صورت این دسته از افراد نیز حتی اگر که واقعا هم به خدا باور نداشته باشند، با فراغ بال پاسخ آری را در پرسشنامه انتخاب خواهند نمود. این دسته از افراد قویاً به باور به خدا باور دارند. لذا این واقعیت موجب می شود تا اگر بخواهیم تعیین کنیم چه کسی، البته که اصلاً کسی اینطور باشد، علاوه بر باور به خدا هم باور دارد، سخت گردد. همانطور که ممکن است خودتان نیز پی برده باشید، به لطف تقسیم وظایف کار از همین هم که هست سخت‌تر شده. ممکن است متوجه شوید که وقتی به دل خود می‌نگرید خودتان هم نمی‌دانید که آیا به خدا باور دارید یا خیر. راجع به کدام خدا در حال صحبت هستیم؟ مگر اینکه شما یک عالم دینی باشید و مطمئن باشید که فرمول‌هایی که رسما گزاره‌های مذهبیتان بیان می‌کنند را می‌فهمید. در غیر از این صورت موقعیت ذهنی شما نیز مثل من یک جایی بین زمین و هوا در خصوص مثال شماره 1 جمله به زبان ترکی و مثال شماره 2 فرمول نسبیت اینشتین خواهد بود. در خصوص مثال 1 شما به اندازه من بی سررشته هم نیستید. فرمول‌های رسمی را خواندید و شاید حتی به خاطر سپرده باشید و در ضمن باور دارید که این فرمول‌ها درست هستند. معنایشان هرچه که می‌خواهد باشد. ولی بایستی بپذیرید که شما در مقامی نیستید که تعیین کنید معنای آن واژه‌ها چیستند. بسیاری از آمریکایی‌ها خود را در این موقعیت می‌یابند و آلن وولف در تحقیقات اخیرش در رابطه با گسترش دین آمریکایی در کتاب دگرگونی دین آمریکایی، چگونه در عمل ایمان خود را زندگی کنیم، به این موضوع پرداخته است. شروع نقل قول: اینها مردمانی هستند که عاشقانه به خدا باور دارند، حتی اگر نتوانند به دیگران راجع به خدایی که به آن باور دارند چیز زیادی بگویند. پایان نقل قول 2003 صفحه 72. اگر شما در این طبقه بندی قرار بگیرید، برعکس آنچه که ولف متذکر شده، باید بپذیرید که با وجود این که ممکن است شما هم یکی از آنهایی باشید که به خدا باور دارید، با این حال در مقام صالحی نیستید تا قضاوت کنید که آیا عملاً عاشقانه و یا هر طور دیگر به خدای مذهب خود یا یک خدای دیگر باور دارید یا خیر. و تقریباً قطع به یقین نیز هرگز در آزمون چند گزینه‌ای شرکت ننمودید که هدف از آن تعیین توانایی شما در تمایز دقیق مفهوم خدا از دید عالمان دین و دغل‌بازان زیرک باشد. دغل‌بازانی که جوابشان تا حدودی صحیح است. یک جایگزین این است که شما خودتان مقام صالح خودتان باشید. وقتی که کلمه مذهب را به زبان می‌آورم، می‌دانم که منظورم چیست و به همین قدر برای من کفایت می‌کند. و البته این روزها همین برای تعداد قابل توجهی از ادیان سازمان یافته نیز کفایت می‌کند. رهبران این ادیان متوجه شدند که پابرجایی نهاد دینی اصلاً متکی بر یکپارچگی باور نیست. نهاد دینی متکی بر یکپارچگی اذعان یا پذیرش است. این مطلب برای مدت‌های طولانی ویژگی برخی از انواع یهودیت بوده است. آنقدر ادایش را در بیاور، ولی مهم نیست که خودش هم بشوی یا نه. این جمله را یکی از دانشجویانم به نام آریل مشولام یک بار به وضوح برای من بیان کرد. تشخیص این موضوع که به فردی دستور دهیم تا به چه چیزی باور داشته باشد به ظاهر نامتجانس است. در واقع فراخوانی است به سوی ریاکاری یا خودفریبی. بسیاری از مجموعه‌های یهودی الزام ارتدوکسی یا همان باور درست را رد می‌کنند و به جای آن ارتوپراکسی یا همان رفتار درست را جایگزین می‌کنند. در واقع به جای پرورش مراکز پنهان شکاکیت گناهکارانه و فاسد، شکاکیت بی‌غرض و منصفانه‌ای را که محترمانه بیان شده باشد، یک فضیلت برمی‌شمارند. تا زمانی که فرمول در طی اعصار از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کند، انگاره‌ها باقی خواهد ماند و شکوفا خواهند شد.
اخیراً بسیاری از فرقه‌های مسیحیت تبشیری و خصوصاً پدیده پرسر و صدای کلان کلیساها رویکردی بسیار مشابه با مورد فوق ذکر را در پیش گرفتند. بر طبق توصیفات ولف، این کلیساها از حدود خودشان خارج شدند و برای خوانش‌های شخصی اعضای خود جهت هر کلمه‌ای که به ادعای آن اعضا مقدس است، شعاع حرکتی بسیاری را قائل می‌شوند. البته ولف بین تبشیری بودن و بنیادگرا بودن تمایز قائل می‌شود، چون بر طبق گفته وی تمایل دغدغه بنیادگرایی به موضوعاتی از جنس الهیات است. لذا نتیجه‌گیری وی با هدف تأکید مؤکد می باشد. شروع نقل قول. ولی آنهایی که از پیامدهای یک آمریکای بازگشت یافته به باور خشک دینی در هراسند نبایستی به خاطر رشد سریع مسیحیت تبشیری دچار گمراهی شوند. برعکس، شهرت مسیحیت تبشیری به همان میزان که به واسطه الزامات عوامانه و دموکراتیک است، به واسطه یقین ایمانی نیز می باشد. مسیحیت تبشیری مصمم است که متوجه شود باورمندان دقیقاً چه می‌خواهند و همان را به آنها بدهند. سال 2003 صفحه 36 از کتاب ایشان. پایان نقل قول. ولف نشان می‌دهد که رویکرد بازاریابی محض استارک و فینکه اصلاً هم برای رهبران دینی چیز غریبه‌ای نیست. ولف به هیچ کنایه‌ای به برخی از امتیازاتی که کلیسا حاضر است امروزه برای فرهنگ غیر دینی قائل شود اشاره می‌کند. امتیازاتی فراتر از تارنماها، برنامه‌های تلویزیونی چند میلیون دلاری، ورود گیتار برقی، درام و پاورپوینت به مراسمات کلیسا. به طور مثال استفاده از لفظ محراب به خاطر معناهای ضمنی بیش از حد مذهبیش توسط یکی از کلیساها اجتناب شده است. صفحه 28 از کتاب ایشان. در چنین شرایطی توجه بیشتر به فراهم نمودن تعداد پارکینگ بیشتر و امکانات نگهداری از کودکان معطوف شده تا خوانش صحیح کتاب مقدس. ولف مصاحبه‌های پژوهشی زیادی را انجام داده است و مخبران او اغلب بر این نظر بودند که تمایز بازنگری در سنت از مردود شمردن مطلق آن دشوار است. یکی از اصطلاحات تمسخرآمیز ایجاد شده توسط این مهندسان انگاره‌ای برای توصیف تصویری که به شدت در تلاشند تا آن را گسترش دهند این است: کلیساییت. آورده شده از صفحه 50 کتاب ایشان. شروع نقل قول. به واقع لارس و ان به مانند بسیاری از تبشیری‌ها در سطح کشور میگویند که ایمان به اندازه‌ای برای آنها مهم است که اجازه نمی‌دهند دین در جریان ایمان مداری مداخله‌ای داشته باشد. به زعم آنها دین در اکثر اوقات عاری از ارتباط همدلانه و دلنشین است و لذا آموزه‌های دینی هم از این قاعده مستثنا نیستند. پایان نقل قول. آورده شده از صفحه 37 کتاب ایشان. هیچ شکی در صحت این فرایند دقیق بازاریابی وجود ندارد. کشیش چاک اسمیت از کلیسای کالوری دارای بیش از 600 کلیساست و تعداد پیروانی که در هفته به آنها مراجعه می‌کنند در برخی از کلیساها به 10,000 نفر می‌رسد. ولف 2003 صفحه 75. دکتر کرفلو دالر از کلیسای ورلد چنجرز تغییر دهندگان دنیا دارای 25,000 عضو است، ولی فقط 30% آنها به طور منظم اعانه‌های خود را پرداخت می‌کنند. آورده شده از سانه 2004 صفحه 48. بر طبق نظر ولف تمام ادیان آمریکا با همین الزام مواجه هستند: یا شخصی سازی کن و یا بمیر. هر کدامشان به نحوی از آنها این کار را انجام می‌دهند. صفحه 35. شاید حق با ولف باشد، ولی استدلال او برای چنین نتیجه‌گیری کلی گرایانه‌ای سطحی و روایتی است. البته شکی وجود ندارد پدیده‌هایی که ایشان توصیف می‌کنند وجود دارند، ولی این پرسش که آیا موارد مذکور از این به بعد جزء ویژگی‌های ثابت دین خواهند بود یا یک هوس زودگذر، نیاز به نظریه پردازی قابل سنجش دارد. ولذا صرف انجام برخی مشاهدات هر چقدر هم که ریزبینانه باشند برای عملی نمودن این هدف کافی نیست. جدای از موارد عنوان شده و صرف نظر از قدرت فعلی و دلایل وجود کلیساهای مذکور، مثالی که مبتنی بر بازار آزاد و دین غیر فرقه‌ای باشد به طرز آشکاری در تضاد با تأکید همیشگی آموزه کلیسای کاتولیک روم است. 5.
باورهایی که به منظور اذعان طراحی شدند. یک کوهنورد ابله که به تنهایی در حال کوهنوردی است از پرتگاه سقوط می‌کند و ناگهان خودش را آویزان از طناب ایمنی خود می‌یابد. 1000 پا بر فراز یک دره. امکان بالا رفتن از طناب و یا رساندن خودش به نقطه امنی را ندارد و لذا با ناامیدی فریاد می‌زند: آهای آهای، کسی میتونه به من کمک کنه؟ در کمال تعجب کوهنورد ابرها کنار می‌روند و بارقه‌ای از نوری زیبا از میان آنها نمایان می‌شود و یک صدای نیرومند پاسخ می‌دهد: بله پسرم، من میتونم به تو کمک کنم. چاقویت را بردار و طناب را ببر. کوهنورد چاقویش را در می‌آورد و سپس درنگ می‌کند و به فکر فرو می‌رود. سپس فریاد می‌زند: کسی دیگری هست که بتونه به من کمک کنه؟ بر طبق یک اصل قدیمی، صدای عمل از صدای کلام رساتر است، ولی در واقع این جمله آنچه که منظورش میباشد را بیان نمی‌کند. بایستی توجه داشت که اعمال گفتاری هم عمل به حساب می‌آیند. و به طور مثال وقتی فردی میگوید که کافران مستحق مرگ هستند، در واقع او در حال اقدام به عملی است که اثرات بالقوه مرگباری دارد و لذا این کلام خود رساتر از هر عملی میتواند باشد. با مقداری تفکر عمیق‌تر درباره منظور این اصل قدیمی در میابیم که به طور معمول اعمال در قیاس با گفتار، به جز اعمال گفتاری، سند بهتری برای فهم باورهای فرد عامل است. به حرف گفتن و تذکره کردن، چه اصطلاح جالبی، آسان است، ولی وقتی پیامدهای ملموس اعمال شما مبتنی بر باور شماست، مثلا آیا باور دارید که تفنگ پر است؟ آیا باور دارید که قفل در باز است؟ در آن صورت فقط به حرف گفتن تکیه‌گاهی ناچیز و بی اهمیت خواهد بود که به راحتی به وسیله رفتار غیر گفتاری که باور شما را بیان می کند یا در واقع به آن باور خیانت می کند غرق خواهد شد. در اینجا یک واقعیت جالب وجود دارد. مشخصه تمایز بین مرحله انتقال از دین عوام به دین سازمان یافته این است که از باور داشتن به پیامدهای روشن و ملموس به باور داشتن به پیامدهای سازمان یافته گیج کننده و دیرفهم نقل مکان کنیم. لذا در قالب مؤخر دین سازمان یافته، تذکره یا همان ذکر گفتن تقریباً تنها راهی است که شما می توانید از طریق آن نشان دهید که در حال عمل به آن دین هستید. اگر واقعاً باور داشته باشید که خدای بارانی ارزانی نمی دارد مگر اینکه گاوی را قربانی کنید، شما گاوی را قربانی می کنید تا باران بیاید. اگر واقعاً باور داشته باشید که خدای قبیله شما شخص شما را نسبت به تیر مصون نگه داشته، با آمادگی کامل از میان سیل تیرها خواهید دوید تا به دشمن خود برسید. اگر باور داشته باشید که خدای شما نجاتتان خواهد داد، طناب را می برید. اگر واقعاً باور داشته باشید که خدا ناظر بر شماست و نمی‌خواهد که شما خود ارضایی کنید، شما خود ارضایی نمی کنید. شما جلوی مادرتان خود ارضایی نمی کنید. چطوری می‌خواهید جلوی خدا خود ارضایی کنید؟ آیا واقعاً باور دارید که خدا ناظر بر شماست؟ شاید نه. ولی برای اینکه نشان دهید واقعاً باور دارید که شراب داخل پیاله به خون مسیح تبدیل شده، چه کاری می توانید انجام دهید؟ می توانید روی مبلغ زیادی شرط بندی کنید و سپس شراب مربوطه را به یک آزمایشگاه زیست شناسی بفرستید تا مشخص شود آیا هموگلوبینی داخل آن هست یا خیر. ضمن آنکه ژنوم مسیح را از دی ان ای موجود در این نمونه به دست خواهید آورد. فقط یک مشکل سر راه شما وجود خواهد داشت و آن همین که مذهب به طرز زیرکانه خود را از چنین آزمون‌های قابل لمس و عینی گرایانه‌ای مصون داشته است. کنار گذاشتن شراب از مراسم توهین به مقدسات خواهد بود. ضمن آنکه برداشتن شراب از فضای روحانی موجب ملغا شدن تبدل جوهری شراب خواهد شد و در نتیجه شراب مزبور به همان شراب معمولی بدل خواهد گشت. برای نمایش این باور فقط یک راه وجود دارد. می توانید در موقعیت‌های زمانی مزبور بارها و بارها تکرار کنید. ذکر بگویید که به آن باور دارید. در متن اظهارنامه دومینوس ایسوس که پیرامون جامعیت رستگاری و وحدت عیسی مسیح و کلیساست، این موضوع به طرز گویایی مطرح گردیده است. این اظهارنامه توسط کاردینال رتزینگر نوشته شده است که البته بعدها شخص ایشان به عنوان پاپ بندیکت 16 انتخاب شدند.
لازم به ذکر است که اظهارنامه مزبور در جلسه‌ای با حضور تمام اعضا در مورخ 16 جون 2000 به تایید پاپ ژان پل دوم رسید. این متن به دفعات آنچه که کاتولیک‌ها باید قویاً باور داشته باشند را تکرار می‌کند، ولی در چندین جای آن جابجایی‌های لفظی و اصطلاحاتی رخ داده است و به آنچه که مؤمنان کاتولیک باید به آن اذعان داشته باشند اشاره شده است. بایستی به شخص اذعان کنم که نمیتوانم در مقابل استفاده از لفظ اذعان مقاومت نمایم. بر همین اساس جهت روشن شدن بهتر مطلب میتوانیم از عبارت اذعان دینی به جای عبارات باور دینی یا یقین دینی استفاده کنیم. برخلاف استادان دانشگاهی، استادان دینی منظور فقط مبلغان دینی نیستند، بلکه کل طیف مؤمنان مد نظرند. ممکن است به آنچه که اذعان می کنند باور نداشته باشند یا آن را درک نکنند. آنها اذعان می کنند چون بهترین کاری است که از آنها برمی آید و موظف به انجام آن هستند. کاردینال رتزینگر نامه پل خطاب به کورینتیان را این چنین نقل قول می کند: دلیلی وجود ندارد که من بخواهم به خاطر وعظ کردن در خصوص انجیل فخر فروشی کنم. این یک ضرورت است که بر دوش من نهاده شده است. هیهات بر من اگر انجیل را وعظ ننمایم. کورینتیان 1:9-16. پایان نقل قول. با وجود اینکه ذکرگویی لازم است ولی کافی نیست. باید قویاً به آنچه که موظف به گفتن آن می باشید باور داشته باشید. چطور می توان از این فرمان پیروی کرد؟ اذعان امری داوطلبانه است، ولی باور خیر. باور وقتی که متمایز از باور به جمله‌ای باشد که در حال بازگویی حقیقتی است، نیازمند به درک است و البته که حتی برای اهل فن نیز رسیدن به درک دشوار است. شما نمی‌توانید با سعی کردن خودتان را مجبور به باور به چیزی کنید. خب پس در چنین شرایطی چه کار می‌کنید؟ اظهارنامه کاردینال رتزینگر در این رابطه به ما کمک می‌کند. شروع نقل قول. ایمان همان پذیرش حقیقت نازل شده به لطف و فیض الهی است و لذا به این صورت این امکان حاصل می شود تا بتوانیم به رمز و راز موجود ورود کنیم و از درک کاملی برخوردار گردیم. نقل قول از کتاب بخشنامه های ژان پل دوم ایمان و عقل، صفحه 13. بنابراین باید این را باور کنید و اگر بتوانید به این مهم نائل شوید، برایتان میسر خواهد شد تا باور کنید که راز را میفهمید، حتی اگر به نظر برسد که نمیفهمید، و بنابراین موجب می شود تا قویاً به آنچه که اذعان به باور آن دارید نیز باور داشته باشید. ولی چطور به این مطلب باور دارید؟ کلید معما ایمان است.